کتاب آشنایی با انواع رایج مغالطه به همت گروه خانه آتئیست‌های ایران. راوی مینا دریا. به تاریخ اردیبهشت 1402. تعداد صفحات 102 صفحه. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. این کتاب بنا به پیشنهاد جمعی از دوستان و جهت دسترسی آسان و شناخت مغالطات و اصطلاحات رایج فلسفی و البته به همت گروه خانه آتئیست‌های ایران و از کتاب مغالطات نوشته محمد مهدی حاتمی بهره برده شده است و هر گونه استفاده و کپی برداری با ذکر نام مؤلف آزاد است. طبقه بندی مغالطه ها. صفحه 6. دسته اول. مغالطه های تبیین مغالطی. 1. مغالطه اشتراک لفظ. 2. مغالطه ابهام ساختاری. 3. مغالطه ترکیب مفصل. 4. مغالطه واژه‌های مبهم. 5. مغالطه گزاره‌های بدون سور. 6. مغالطه سورهای کلی‌نما. 7. مغالطه تعریف دوری. 8. مغالطه کن و وجه. 9. مغالطه علت جعلی. 10. مغالطه بزرگنمایی. 11. مغالطه کوچک نمایی. 12. مغالطه آماری. 13. مغالطه تحریف. 14. مغالطه دروغ. 15. مغالطه تفسیر نادرست. 16. مغالطه نقل قول ناقص. 17. مغالطه تأکید لفظی. دسته دوم. ادعایی بدون استدلال. 1. مغالطه بستن راه استدلال. 2. مغالطه مسموم کردن چاه. 3. مغالطه تله‌گذاری. 4. مغالطه توسل به جهل. 5. مغالطه طلب برهان از مخالفان. 6. مغالطه فضل فروشان. 7. مغالطه کمیت گرایی. دسته سوم. عنوان مقام نقد. 1. مغالطه پارازیت. 2. مغالطه حرف شما مبهم است. 3. مغالطه تکذیب. 4. مغالطه این که مغالطه است. 5. مغالطه انگیزه و انگیخته. 6. مغالطه توهین. 7. مغالطه بهانه. 8. مغالطه رد دلیل به جای رد مدعا. 9. مغالطه پهلوان پنبه. 10. مغالطه کامل نامیسر. 11. مغالطه سؤال مرکب. 12. مغالطه تخصیص. 13. مغالطه منشأ. دسته 4. مغالطات در مقام دفاع. 1. مغالطه نکته انحرافی. 2. مغالطه توسل به واژه‌های مبهم. 3. مغالطه توسل به معنای تحت لفظی. 4. مغالطه تغییر تعریف. 5. مغالطه تغییر موضع. 6. مغالطه استثناء قابل چشم پوشی. 7. مغالطه خودت هم. 8. مغالطه تبعیض طلبی. 9. مغالطه رها نکردن پیش‌فرض. 10. مغالطه البته ما. دسته 5. مغالطات در استدلال. الف. مغالطه سوری. 1. مغالطه عدم تکرار در حد وسط. 2.
مقالطه وضع تالی. 3. مقالطه رفع مقدم. 4. مقالطه مقدمات منفی. 5. مقالطه مقدمات ناسازگار. 6. مقالطه افراد غیر موجود. 7. مقالطه ایهام انعکاس. 8. مقالطه سوء تألیف. ب. مقالطه ناشی از یک پیش‌فرض نادرست. 1. مقالطه سنت‌گرایی. 2. مقالطه سنت گریزی. 3. مقالطه عدم سابقه. 4. مقالطه تجدد. 5. مقالطه برتری فقر. 6. مقالطه برتری ثروت. 7. مقالطه توسل به اکثریت. 8. مقالطه علت شمردن امر مقدم. 9. مقالطه علت شمردن امر تقارن. 10. مقالطه ترکیب. 11. مقالطه تقسیم. 12. مقالطه میانه روی. تعاریف: مقالطه یا مغلطه به پارسی سره، دوژفرنود، استدلالی است که از نظر علم منطق به یکی از دلایل زیر نادرست باشد. نخست آنکه دست کم یکی از مقدمات گزاره نادرست باشد. دوم آنکه مقدمات گزاره متضمن نتیجه گزاره نباشد. مغالطه جزئی از برهان است که به طور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابراین کل برهان را نامعتبر می‌سازد. مغالطه ممکن است برای وارونه کردن حقیقت‌ها به کار رود. مغالطه‌گر کسی است که از روی استدلال نادرست به یک نتیجه درست یا نادرست رسیده است و ممکن است آن نتیجه را برای نتیجه گیری‌های دیگری هم به کار گیرد. تعریف یکم: مغالطه که از واژه عربی غلط مشتق شده است، استدلالی است که در آن فساد معنوی وجود داشته باشد. تعریف دوم: مغالطه قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد و فساد آن یا از جهت ماده است یا صورت و یا هر دو. از کتاب مغالطات، علیاصغر خندان. آیا سفسطه همان مغلطه است؟ در علم منطق میان سفسطه و مغلطه تفاوت قائل هستند. در تعریف سفسطه آوردند اگر در قیاسی از قضایای وهمی استفاده شود و غرض از استفاده به اشتباه انداختن یا شکست طرف مقابل باشد، این حالت را سفسطه میگویند. در واقع زمانی که فردی موضوعی را بدون دلیل منطقی ثابت کند، میگوییم سفسطه کرده است. و اما در تعریف مغلطه آوردند استفاده از شکل ظاهری استدلال و مخفی کردن صورت یا ماده غلط آن استدلال به منظور مخدوش کردن ذهن مخاطب. همانطور که می‌بینید مفهوم دو تعریف در معنا یکسان هستند. در واقع سفسطه در لغت و به معنای قدیمی و معنی دانش و سوفیست به معنی فرد دانشمند بود. ولی بعدها سفسطه معنای مغالطه به خودش گرفت و سوفیست فرد مغالطه کار شد. پس در حال حاضر میتوان گفت سفسطه همان مغلطه و مغلطه همان سفسطه است. اما در کل سوفیست ها در گذشته با استفاده از فن سخنوری مباحث را شروع می کردند و در نهایت مهملات و نتایج نادرست و دروغینی را عرضه می کردند. دو طرفدار این ایده که سفسطه از فلسفه متمایز است، افلاطون و ارسطو بودند. آنها ادعا کردند که از آنجایی که سوفیست‌ها از نظر آنها غیر اخلاقی هستند و به شیوهی متفاوت از فیلسوفان زندگی می کنند، نمی توان آنها را فیلسوف واقعی در نظر گرفت.
آنها همچنین اظهار داشتند که سوفیست‌ها به دنبال اثبات عقاید خود بودند، در حالی که فیلسوفان به دنبال یادگیری حقیقت بودند، خواه در ابتدا آن را باور داشته باشند یا خیر. استدلال: ما با گزاره‌ها همچون سنگ‌های بنا استدلال می‌سازیم. وقتی به گزاره‌ای بر مبنای گزاره‌های دیگر می‌رسیم یا آن را تصدیق می‌کنیم، می‌گوییم یک استنتاج انجام داده‌ایم. استنتاج یک روند است که می‌تواند گروهی از گزاره‌ها را به هم پیوند دهد. بعضی استنتاج‌ها تضمینی یا صحیح هستند و بعضی دیگر چنین نیستند. برای تعیین صحت استنتاج، منطقی‌ها چنین گزاره‌هایی را تحلیل می‌کنند. آنها گزاره‌ها را از جایی که این روند آغاز شده تا پایان آن و نیز روابط بین آنها را بررسی می‌کنند. چنین گروهی از گزاره‌ها تشکیل دهنده یک استدلال هستند. استدلال‌ها مورد توجه اصلی در منطق هستند. استدلال یک اصطلاح فنی در منطق است و نباید محل اختلاف نظر و مجادله باشد. در منطق یک استدلال به طور صریح گروهی گزاره است، با این ادعا که یکی از گزاره‌ها دستآمد بقیه گزاره‌ها است، به قسمی که این بقیه گزاره‌ها زمینه ساز و پشتیبان درستی آن یک گزاره باشند. برای هر استدلال یک استنتاج نظیر نیز وجود دارد. مقدمه و نتیجه در استدلال: معمولاً قطعات گفتاری یا نوشتاری شامل گزاره‌های مرتبط هستند و حالان که می‌توانند شامل هیچ استدلالی نباشند. یک استدلال صرفاً گردآمده‌ای از گزاره‌ها نیست. استدلال گروهی ساخت یافته است که در بردارنده یا نمایان کننده یک استنتاج باشد. ما این ساخت یافتگی را با دو اصطلاح نتیجه و مقدمه شرح می دهیم. نتیجه در یک استدلال گزاره‌ای است که تایید آن بر مبنای بقیه گزاره‌های استدلال انجام می‌پذیرد و این بقیه گزاره‌ها که برای پشتیبانی این نتیجه مورد تایید یا مفروض قرار گرفتند مقدمات نام دارند. استدلال‌ها اقسام گوناگون و در زمینه‌های گوناگون هستند. ما استدلال را در زمینه‌هایی چون سیاست، اخلاق، ورزش، دانش و نیز آنها که برخواسته از زندگانی روزانه هستند تحلیل می‌کنیم. همه، چه آنان که از این استدلال‌ها دفاع می‌کنند و چه آنان که به آنها حمله می‌کنند، در پی آنند تا درستی یا نادرستی نتایج دست‌آمده را ثابت نمایند. البته ما نیز گرچه منطقی می‌توانیم همچون یک شهروند یا یک مباشر درباره درستی یا نادرستی نتایج دست‌آمده عمیقاً دلنگران باشیم. لیکن به عنوان یک منطقی همه آن دلبستگی ها را به کنار خواهیم نهاد. ما عمدتاً به دنبال دو چیز هستیم. یکم، در پی صورت استدلال مورد بررسی تا معین کنیم آیا آن استدلال از آن گونه صورت است که نتیجه خود را تضمین می کند. دوم، در پی کیفیت استدلال هستیم تا معین کنیم آیا استدلال در واقع نیز نتیجه تضمینی به دست داده است. استدلال‌ها در حد زیادی در میزان درهم تنیدگیشان متفاوت هستند. بعضی بسیار ساده اند، بعضی دیگر همانطور که خواهیم دید کاملا پیچیده هستند. این گاهی به خاطر ساختار یا پیکربندی گزاره‌های متشکله آنهاست. گاهی به خاطر رابطه میان مقدمات و گاهی به خاطر رابطه بین مقدمات و نتیجه. ساده ترین نوع استدلال شامل یک مقدمه و یک نتیجه است که به طور ضمنی مدعی است نتیجه از مقدمه دست آمده است. ممکن است مقدمه و نتیجه هر کدام در یک جمله ظاهر شده مانند استدلال زیر که به کتاب درسی زیستشناسی ایالات آلاباما، امریکا با یک برچسب ضمیمه گردیده.
وقتی حیات در زمین آغاز شد کسی وجود نداشت. بنابراین هر آنچه در مورد پیدایش حیات گفته می شود فقط به عنوان یک نظر ارزش دارد، نه یک واقعیت. و یا ممکن است مقدمه و نتیجه هر دو در یک جمله ظاهر شوند، مانند استدلال زیر. از آنجا که اکنون روشن شده نوع بشر سرچشمه یافته از اجداد آفریقایی خود است، عقیده به تفاوت‌های عمده نژادی همان اندازه مسطح بودن کره زمین مهمل است. همچنین ترتیب آمدن مقدمات و نتیجه می‌تواند متفاوت باشد، لیکن در تعیین کیفیت استدلال نقش تعیین کننده ندارد. چیز معمولی است که در یک استدلال نتیجه قبل از مقدمه آمده باشد. وقتی بیب روس قهرمان بیسبال 700مین ضربه برندگی را در مسابقات داخلی 13 ژوئن 1934 زد، روزنامه نیویورک تایمز این گونه استدلال کرد: رکورد امروز در استادیوم ناوینفیلد وقتی بیب روس 700م ضربه برندگی در طول عمر حرفه‌ای خود را زد، به قهرمانی همیشگی نزدیک شد. زیرا تعداد کمی از چنین طول عمری در شمایل نامیرای قهرمانی بهره مند بودند و فقط 2 بازیکن دیگر در تاریخ بیسبال بیش از 300 ضربه برندگی در مسابقات داخلی زدند. این نمونه استدلالی است که هر دو مقدمه آن بعد از نتیجه آمدند و نیز از آن نمونه استدلال‌های بسیار محتملی است که نتیجه آن نادرست است. در 21 ژوئن 1973 یعنی 39 سال بعد، هنک آرون 700مین ضربه برندگی منجر به گل را در مسابقات داخلی به ثمر نشاند. مثال دیگری از این نوع را که شامل 2 جمله است و ابتدا نتیجه آمده می توانید در زیر مشاهده کنید. اداره دارو و غذا باید فروش سیگار را فوری ممنوع کند. مگر نه این است که ترک سیگار پیشگیرانه ترین علت مرگ و میر است. حتی وقتی مقدمه و نتیجه هر دو با هم در یک جمله بیان شوند، امکان دارد نتیجه قبل از مقدمه بیاید. جرمی بنتهام، فیلسوف فایده‌گرا، استدلال آشکارای زیر را در اثر خود مبانی قانونگذاری 1802 آورده. هر قانونی شرورانه است. قوانین مخل آزادی فردی هستند. گرچه این فقط یک جمله کوتاه است، ولی یک استدلال است، زیرا شامل 2 گزاره است که اولی هر قانونی شرورانه است. نتیجه و گزاره دوم قوانین مخل آزادی فردی هستند. مقدمه است. از آنجا که استدلال گروهی از گزاره ها است، یک گزاره به تنهایی و به خودی خود نمیتواند استدلال تشکیل دهد. نکته دارای اهمیت فراوان این که بعضی گزاره ها از آنجا که مرکب هستند بسیار به استدلال شباهت دارند و دقت کافی داشت تا این نوع گزاره ها را از استدلالی که به آن شبیه هستند تمیز داد. به گزاره شرطی زیر توجه نمایید. اگر هدف دولت ایجاد برابری در جامعه باشد، آنگاه دولت بر مبنای طبقه متوسط باید پایبند بهترین اجرای آن باشد. نه گزاره اول و نه گزاره دوم آن تصدیق شده. همه آنچه تصدیق شده این است که اولی مستلزم بعدی است و هر دو هم می توانند نادرست باشند. هیچ استنتاجی انجام نشده و نیز ادعای درستی هیچ نتیجه‌ای در آن نیست. ارسطو که بیش از 2000 سال قبل به بررسی ساختار و تساوی دولت شهرهای واقعی در یونان می پرداخت، با اطمینان در اثر خود سیاست کتاب 4 فصل 11 نوشت: هدف دولتی ایجاد برابری در جامعه است. بنابراین دولت بر مبنای طبقه متوسط پایبند به بهترین برپای دارایی آن است. در این حالت آنچه داریم یک استدلال است. استدلال ارسطو کوتاه و ساده است
ولی بیشتر استدلال‌ها طولانی و پیچیده‌تر هستند. به هر حال هر استدلال چه ساده یا پیچیده شامل تعدادی گزاره است که یکی نتیجه و بقیه مقدمات است که این مقدمات پشتیبانی نتیجه را به عهده دارند. گرچه هر استدلال مجموعه‌ای ساخته یافته از گزاره هاست، اما هر مجموعه ساخته یافته از گزاره ها استدلال نیست. به این گزارش اخیر درباره نابرابری جهانی توجه کنید. در همین جهانی که در آن بیش از 1 میلیارد نفر در سطحی از رفاه زندگی می کنند که هرگز قبلا شناخته نبود، تقریباً 1 میلیارد انسان دیگر در تقلای زنده ماندن با قدرت خرید روزانه کمتر از $1 امریکا هستند. اکثر فقرای جهان گرفتار سوء تغذیه هستند. فقدان دسترسی به آب آشامیدنی و حتی ابتدایی ترین خدمات بهداشتی و ناتوانی از فرستادن فرزندان به مدرسه. به گزارش یونیسف بیشتر از 10 میلیون کودک هر ساله نزدیک به 30,000 هر روز از علل قابل اجتناب وابسته به فقر میمیرند. این یک گزارش عمیقاً نگران کننده است، لیکن استدلالی در آن نیست. استدلال علاوه بر دانش هنر نیز هست. ما استدلال می‌کنیم و آن را درک می‌کنیم. دلیلی برای باورهایمان به طور طبیعی حاصل می‌شود، اما مهارت در ساختن استدلال و آزمون آن می‌تواند با عمل و تمرین افزون شود. کسی که این مهارت را پرورانده از کسی که هرگز به اصول آن نپرداخته به احتمال بیش بهتر بتواند به گونه صحیح استدلال نماید. انتهای صفحه 10. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com کتاب آشنایی با انواع رایج مغالطه. بخش دوم. به همت گروه خانه آتئیست‌های ایران. راوی مینا دریا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avogabooth.com ابتدای صفحه 11. مغالطه اشتراک لفظ. استعمال یک لفظ، اسم، فعل، حرف و صفت در یک متن با معانی گوناگون بدون توجه به تعدد معانی آن، به طوری که این امر موجب یک استنتاج خطا شود. مثال 1. انگور شیرین است. شیرین معشوق فرهاد است. پس انگور معشوق فرهاد است. مثال 2. او سیر است. سیر بو می دهد. پس او بو می دهد. مثال 3. سعادت غایت زندگی انسان است. غایت زندگی انسان مرگ است. پس سعادت انسان همان مرگ است. مثال 4. خانه ارزان کمیاب است. هر چیز کمیاب گران است. پس خانه ارزان گران است. مثال 5. حمید دوست 20 ساله من است. 20 ساله الف به مدت 20 سال یا ب دارای 20 سال سن. مثال 6. اگر شما هم بگذارید من پا روی حق نمیگذارم. گذاشتن، اجازه دادن، قرار دادن. در مثال پایانی هر دو حالت زیرا میتوان متصور بود. اگر شما هم پا روی حق بگذارید
من پا روی حق نمیگذارم، یا اگر شما هم اجازه بدهید من پا روی حق نمیگذارم. مغالطه ابهام ساختاری. مغالطه ابهام ساختاری شبیه مغالطه اشتراک لفظی است، با این تفاوت که در اینجا ابهام معنا ناشی از یک لفظ نیست، بلکه ناشی از ساختار جمله است. مغالطه ابهام ساختاری وقتی صورت می‌گیرد که فرد جمله‌ای را به کار برد که بیش از یک معنا داشته باشد و آن جمله برای مخاطب مطابق با یک تفسیر صحیح و مقبول باشد و مطابق با تفسیر دیگر خطا و غیر قابل قبول. حالا اگر شخص آن جمله را در مقدمات استدلال خود مطابق با تفسیر اول به کار برد ولی استنتاج خود را مطابق با تفسیر دوم انجام دهد، مرتکب مغالطه ابهام ساختاری شده است. علل وقوع مغالطه: ابهام در ضمائر، مثال 2، عدم رعایت نقطه و ویرگول گذاری، مثال 3، و مشخص نبودن تعلق صفت به مضاف یا مضافان الیه، مثال 5. مثال 1: میگویند پادشاه لیدا در نظر داشت با داریوش پادشاه ایران وارد جنگ شود. از کاهن معبد دلفی خواست که نتیجه جنگ را پیشگویی کند. کاهن گفت اگر به جنگ داریوش بروی یک امپراتوری بزرگ را نابود خواهی کرد. پادشاه لیدا به جنگ داریوش رفت و از او شکست سنگینی خورد. هنگام بازگشت کاهن را مورد مؤاخذه قرار داد، اما کاهن مدعی شد که پیشگویی او درست بوده است، زیرا او گفته اگر به جنگ داریوش بروی یک امپراتوری بزرگ، یعنی امپراتوری لیدا را نابود خواهی کرد. مثال 2: کودک تا پدرش را دید لباسش را مرتب کرد. لباس خودش را یا لباس پدرش را؟ مثال 3: اجناس دزدیده شده توسط مأمورین کشف شد. مثال 4: من از راهنمایی شما پشیمانم. شمای فاعل یا شمای مفعول. مثال 5: جان دان مورخ فلسفه یهودی است. مورخ فلسفه یهودی یا مورخ یهودی. مغالطه ترکیب مفصل. این مغالطه زمانی رخ می دهد که محمول به صورت مجزا برای موضوع صادق باشد، اما اگر کسی دو جمله را به صورت ترکیبی بیان کند، حاصل جمله کاذب خواهد بود. مثال: اگر کسی نویسنده و ورزشکار باشد اما در یکی ماهر و در کار دیگر بدون مهارت باشد، میتوان درباره او گفت او نویسنده بدون مهارت و ورزشکاری ماهر است، یا میتوان گفت او نویسنده و ورزشکار است. ولی اگر کسی درباره او بگوید او نویسنده و ورزشکار ماهری است، دچار سخن مغالطه آمیز شده است، زیرا این توهم پیش می آید که او نویسنده ماهری هم هست. مغالطه تفصیل مرکب. این مغالطه کاملا عکس مغالطه قبل ترکیب مفصل است، زیرا در این حالت جمله در حالت ترکیبی صادق است، اما اگر بخواهیم جمله را از حالت ترکیبی خارج کنیم و محمول را به صورت مجزا برای موضوع صادق بدانیم، دچار مغالطه شده ایم. محمول در گزاره میز قهوه‌ای است، میز موضوع است و قهوه‌ای بودن محمول است. نسبت حکمیه. مثال: او آدم خوبی است، زیرا در تحقیقی که در کارخانه انجام داده ایم، همه کارگران و کارفرمایان بر این عقیده بودند که او کارگر خوب و کوشایی است. مغالطه در اینجا رخ داده که در اینجا صرفاً نشان داده. مغالطه واژه‌های مبهم. این مغالطه در جایی است که گوینده یا نویسنده از لغات و واژه‌هایی استفاده کند که به علت ابهام و عدم تعین سخن او را غیر قابل نقد سازد. یکی از موارد متداول استفاده از این مغالطه در پیشگویی‌ها است. تذکر: استفاده از صفات نسبی همانند دور،
نزدیک، زیاد، کم، بزرگ، کوچک، ارزان، گران و غیره اگر به درستی و با رعایت شرایط استعمال نشوند امکان ارتکاب به مغالطه توسل به واژه‌های مبهم را زیاد می‌کنند. مثال 1: ما در کشورهای دیگر مداخله نظامی تمام عیار نمی‌کنیم ولی در شرایط خاص جنگ محدود را می‌پذیریم. مثال 2: شما استعداد زیادی در بعضی رشته‌ها دارید و به زودی موفقیت بزرگی نصیب شما می شود. مثال 3: قطعه‌ای از پیشگویی‌های نوستراداموس. سیل و طاعون برای زمانی دراز به شهر بزرگ حمله بر خواهد شد. پاسدار و نگهبان با دست به قتل می رسند. او به ناگاه به اسارت در می آید و در آن اشتباهی به کار نمی رود. وحشتی سهمگین که از سوی سرحلقه عامل ماجرا نهفته نگاه داشته می شود به ناگاه آشکار خواهد شد. نزدیک به رودی بزرگ تجاوزی بزرگ انجام می گیرد. ملاحظه می شود که عبارت نوستراداموس قابل تطبیق با وقایع و شخصیت‌های متعددی است و لذا مردم هر عصری می توانند پیشگویی‌های نوستراداموس را مربوط به خود بدانند. مغالطه گزاره‌های بدون سور. گزاره‌های منطقی را می توان به اعتبار موضوع اینگونه تقسیم بندی کرد. الف: گزاره شخصی مثل سعید شاعر است. ب: گزاره کلی مثل هر مسلمانی موحد است. هیچ پلیسی نابینا نیست. پ: گزاره جزئی مثل بعضی دانشجویان کوشا هستند. کلماتی مانند بعضی، هیچ، هر، همه و غیره که بیانگر میزان شمول حکم گزاره بر افراد یک مجموعه هستند اصطلاحاً سور نامیده می شوند. گاهی می توان گزاره ها را بدون سور بیان کرد، اما مغالطه گزاره های بدون سور زمانی رخ می دهد که گوینده یا نویسنده سور یک گزاره را به منظور سوء استفاده از آن بیان کند. مثال 1: جوانان امروز لاابالی هستند. قابل توجه است که می توان گفت همه جوانان لاابالی هستند یا بعضی جوانان لاابالی هستند. اگر در این گزاره هدف نویسنده آن باشد که سور گزاره خود را آشکار نکند تا بتواند در موقع مناسب از آن سوء استفاده کند، دچار مغالطه گزاره های بدون سور شده است. اگر گوینده گزاره را به صورت کلی بیان کند به راحتی میتوان کذب بودن سخنش را نشان داد. مثال 2: مسلمان ها تروریست هستند. مثال 3: دانشجویان علوم انسانی غرب زده هستند. مثال 4: غذاخوری های بین راهی بهداشتی نیستند. مثال 5: داماد جدیدشان فارغ التحصیل اقتصاد است. فارغ التحصیلان این رشته بی سواد هستند. مغالطه سورهای کلی نما. اشاره شد که مغالطه گزاره‌های بدون سور وقتی جنبه مغالطی خواهند داشت که نویسنده قصد معنای کلی گزاره را داشته باشد، حالانکه آن حالت کلی پذیرفته نباشد. مغالطه سور کلی نما نیز عیناً همینطور است، با این تفاوت که در آنجا هیچ سوری استعمال نشده است، اما در اینجا سوری استعمال می شود که مبهم است. ابهام به این معنا که یک حالت محدود و غیر کلی را بیان می کند، اما طرز بیان و ساختار گزاره طوری است که یک حالت کلی و ادعای عام و فراگیر را به ذهن متبادر می سازد. مثال 1: غالب افراد بزهکار متعلق به طبقات پایین اجتماع هستند. مثال 2: بیشتر گدایان شهرهای بزرگ ثروت کلانی دارند. مثال 3: می‌خواهیم نماینده مجلس انتخاب کنیم ولی او جوان است. هیچ نماینده جوانی نتوانسته در مجلس خوب عمل کند. مثال 4: می‌خواهم برای فرزندم معلم انتخاب کنم اما او یک دانشجوست. هر دانشجویی که نمی‌تواند معلم بشود. تذکر: برای جلوگیری از سوء استفاده از گزاره‌هایی که نمی‌توان آنها را به صورت کلی بیان کرد، بایستی از قوانین آماری کمک گرفت.
مثلا به جای آنکه بگوییم بیشتر افراد آن مجموعه دارای فلان ویژگی و بهمان صفت هستند، باید بگوییم 55% و یا 93% و غیره. مقالطه تعریف دوری. تعریف دوری در جایی است که برای معنا کردن یک واژه از واژه دیگری استفاده شود، در حالی که در معنای واژه دوم نیازمند دانستن معنا و مفهوم واژه اول هستیم. جنبه مقالطه آمیز تعریف دوری این است که مخاطب در فهم یک امر مبهم به امر مبهم دیگری احاله داده می شود، در حالی که برای فهم امر دوم نیازمند شناخت امر اول است. مثال 1: جوهر یعنی آنچه ارز نیست. ارز یعنی آنچه جوهر نیست. مثال 2: عارفی را پرسیدند جوانمردی چیست؟ گفت ترک کامجویی. گفتند کامجویی کدام است؟ پاسخ داد ترک جوانمردی. مثال 3: خورشید ستاره است که در روز طلوع می کند. روز یعنی چه؟ روز یعنی مدت زمان میان طلوع و غروب خورشید. مقالطه کن و وجه. توضیح 1: این مقالطه جایی رخ می دهد که در یک مطالعه یا تحقیق علمی یک صفت از یک شی یا یک پدیدار به جای کن و ذات آن در نظر گرفته شود. آلفرد نورس وایتهد، دانشمند انگلیسی، کسی است که این مقالطه را به صورت جدی معرفی کرده است. مقالطه کن و وجه معمولاً با عبارت پدیده الف چیزی نیست جز صفت به کار می رود. توضیح 2: وجه مقالطه آمیز بودن مقالطه کن و وجه این است که صفتی یا وجه هرچند مبهم را به جای ذات کن نشانده شود، طوری که صفات دیگر را تحت شعاع قرار دهد و این گمان پدید آید که صفات دیگر نقشی ندارند. نام کن و وجه برای این مقالطه از آن روست که شخص دانشمند یا هر فرد دیگر هنگام مواجهه با یک صفت از اوصاف پدیده مورد نظر، هرچند که آن صفت بسیار مهم باشد، گمان می کند که ذات و کنه وجود پدیده مورد نظر چیزی نیست جز همان صفت. بنابراین در این مقالطه خطای اصلی این است که صفت شی که وجهی از وجوه آن است به جای ذات و کنه آن در نظر گرفته شده، به عبارت دیگر کنه یک پدیده در وجهی از آن خلاصه شده است. از آنجا که این مقالطه معمولاً با عبارت پدیده الف چیزی نیست جز صفت به بیان می شود، نام دیگری که برای این مقالطه در نظر گرفته شده و در برخی کتاب‌های منطق کاربردی و مقالطات شاهد آنیم از مقالطه هیچ نیست به جز یاد می شود. مثال 1: انسان چیزی نیست جز میمون برهنه. توضیح: وقتی داروین تئوری تکاملی خود را در عالم زیست شناسی عرضه کرد و گفت که جانداران ناقص در سیر تکاملی خود به تدریج به مراحل عالی‌تر دست می‌یابند و در نهایت این سیر تکاملی جانداران انسان قرار دارد که موجود تکامل یافته مرحله قبل از خود یعنی میمون است، در آن عصر عده زیادی مرتکب مقالطه کن و وجه شدند و گفتند از اینکه موهای بدن میمونها ریخته و به شکل انسان درآمده به این نتیجه میرسیم که انسان هیچ چیز نیست به جز میمون برهنه. در این عصر توماس هاکسل دانشمند معاصر داروین به این مقالطه توجه داشته و متذکر شده است که فرضاً اگر تئوری داروین درست باشد و سیر تکاملی جانداران را بپذیریم میتوانیم بگوییم انسان ابتدا میمون بوده و بعد به انسانیت رسیده، اما نمیتوان گفت که انسان هیچ نیست جز میمونی که به سطح انسان ارتقا پیدا کرده است. مثال 2: دین افیون توده هاست. مثال 3: جهان چیزی نیست جز انرژی. مقالطه علت جعلی. این مقالطه 2 شکل دارد. الف: شکل اول این گونه است که چیزی به عنوان علت یک پدیده معرفی شود که فی الواقع علت آن پدیده نیست. مثال 1:
امروز تجربه نشان داده است که افزایش قانون‌های پیچیده موجب افزایش جرم و جنایت می‌شود. در این مثال شخص مغالطه‌گر می‌خواهد افزایش جرم و جنایت در جامعه را ناشی از این علت بداند که قانونگذاران کشورها به وضع قوانین زیاد مبادرت می‌کنند، در حالی که در تحلیل واقع بینانه هرگز نمی‌توان قوانین زیاد را علت افزایش جرم به حساب آورد. مثال 2. رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های دشمن است. مغالطه بزرگنمایی. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که با تأکید زیاد بر بخشی از واقعیت اهمیت آن را بیشتر از آنچه هست نشان دهیم. مثال: از 7 نفر اول قهرمان دوم میدانی در مسابقات المپیک 4 نفر کفش پوما به پا داشتند. گوینده می‌خواهد اعلام کند که کفش پوما بهترین کفش برای دوم میدانی است. اما جالب است بدانید که هیچ یک از 3 نفر اول کفش پوما به پا نداشتند، بلکه کفش آدیداس پوشیدند. تذکر: بزرگنمایی چون به تحریف ابعاد واقعیت ناظر است، مغالطه محسوب می‌گردد. مغالطه کوچک‌نمایی. این مغالطه عکس عملکرد مغالطه بزرگنمایی است و هدفش کمرنگ کردن و بی اهمیت جلوه دادن یک واقعیت است. مثال: شما رئیس جمهور محبوبی نیستید، چون در هر صندوق رأی تنها 4 رأی بیشتر از دیگران کسب کردید. این در حالی است با احتساب آن 4 رأی در هر صندوق رئیس جمهور مذکور توانسته 56% آرا را در مجموع کسب کند. تذکر: کوچک‌نمایی نهایتاً چون به تحریف ابعاد واقعیت ناظر است، مغالطه محسوب می‌گردد. مغالطات آماری. مغالطات آماری 1. متوسط. اگر مراد گوینده از واژه متوسط مشخص نباشد، باعث مغالطه آماری متوسط در گفتار او می شود. مثال: در یک کلاس 21 نفری می خواهیم متوسط میزان مطالعه دانشجویان را در یک هفته محاسبه کنیم. میانگین مطالعه دانشجویان در هفته 7 ساعت می باشد. زیرا نتیجه تقسیم کل ساعات 168 بر نفرات 21 می شود 7. آمار متوسط به معنای میانه مطالعه دانشجویان. مطالعه دانشجویان 3 ساعت در هفته است. در میانه مجموع عددی را به 2 نیم تقسیم می کنند. نیمی که میانه هر یک از اعداد آن بیشتر از میانه و نیمی که کمتر از میانه است. در مثال ما میانه یعنی عدد 3 به ما میگوید که در کلاس فوق نیمی از دانشجویان یعنی 42 نفر بیش از 3 ساعت و نیمی دیگر کمتر از 3 ساعت در هفته مطالعه می کنند. آمار متوسط به معنای نما مطالعه دانشجویان. نما در یک مجموعه عددی است که بیشتر از دیگر اعداد تکرار شده است. زیرا 12 نفر از دانشجویان هفته‌ای 2 ساعت مطالعه دارند. پس متوسط مطالعه دانشجویان با محاسبات مذکور 3 نتیجه مختلف داشت: 2، 3، 7 ساعت در هفته. مغالطات آماری 2. نمودارهای گمراه کننده. سود واقعی شرکتی در طول یک سال از 50 میلیون به 55 میلیون رسیده است. این را به گونه‌های مختلفی میتوان نمایش آماری داد. مغالطات آماری 3. تصاویر یک بعدی. قرار است گفته شود که سود رستوران‌های اروپایی 3 برابر سود رستوران‌های آسیایی است، اما در تصویر سمت پایینی گویا سود 27 برابر است. مغالطه آماری 4. نمونه ناکافی. این مغالطه صورت فنی و تخصصی مغالطه قبل و مربوط به علم آمار است. پایه و اساس آمار استنباطی روش نمونه گیری است که اتفاقا منشأ بسیاری از مغالطات می شود. مثال: فرض کنید که برای به دست آوردن تعداد لوبیای سفید و قرمز که در یک کیسه قرار دارد، یک مشت را به عنوان برداریم و با شمارش لوبیاهای سفید و قرمز در این نمونه تعداد را به کل سرایت بدهیم.
کیسه لوبیاها را نمونه اصطلاحاً جامعه آماری و مشت مورد شمارش را نمونه میگویند. در روش نمونه گیری باید نسبت نمونه به جامعه آماری حتما رعایت شود. اگر این نسبت رعایت نشود، احتمال خطا در نتیجه بسیار زیاد است. آیا به راستی می توان با یک نمونه 51 نفری در مورد اندازه، قد یا حالات روانی و اعتقادی یک جامعه 1 میلیونی قضاوت کرد؟ مقالطه آماری 5. نمونه غیر تصادفی. در روش نمونه برداری برای به دست آوردن اطلاعات آماری، کافی بودن افراد نمونه اگرچه شرط لازم است اما کافی نیست. برای موفقیت شرایط دیگری نیز نیاز است. یکی از این شرایط تصادفی بودن نمونه هاست. مثال: در سال 4332 یک مؤسسه بزرگ نظرسنجی توانست نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا را با دقت پیش بینی کند. این مؤسسه در سال 4336 نیز دست به آمارگیری عظیمی زد. به 10 میلیون نفر از مشترکان مجله لیتری دایجست زنگ زد و نظرخواهی کرد. نتیجه آن بود که لندن کاندیدای حزب دموکرات پیشی خواهد گرفت. برخلاف آن، روزولت رئیس جمهور امریکا شد. اما کسی گمان نمی‌کرد که در یک نمونه برداری به این عظمت چنین خطایی رخ می‌دهد و پایان نامه‌های زیادی به بررسی پرداختند و در نهایت معلوم شد که مشترکان زیادی در سال از میان جامعه سرمایه‌دار و طرفداران حزب جمهوری خواه بودند که حق اشتراک تلفن و مجله را تحقیقات مذکور داشتند و آنها کسانی بودند که نمونه برای جامعه آماری قرار گرفتند. مقالطه آماری 6. عدم واقع نمایی نمونه ها. اگر سعی کنیم که نمونه آماری کافی و غیر تصادفی باشد، باز هم احتمال خطا را نمیتوان نادیده گرفت. مثال: پرسشنامه‌ای در حد وسیع بین مردم شهری توزیع شد که اعضای خانواده شما بیشتر چه مجله‌ای را می‌خوانند. بعد از نظرسنجی آمارها نشان داد که خوانندگان 2 مجله الف و ب یکسان هستند، در حالی که مجله الف بسیار علمی و وزین بود و مجله ب سطحی و سبک. آمار انتشار و خرید مجله ها نشان میداد که مجله ب فروش بسیار بالاتری نسبت به مجله الف دارد. متخصصان بعد از کاوش در این مسئله به این نتیجه رسیدند که بسیاری از افراد مشارکت داده شده در نظرسنجی به خاطر علل روانی همچون عقده خود بزرگبینی و غیره واقعیت را نگفته بودند و آنها خواننده مجله ب بودند. نکته: برخی از مردم عادت دارند به خاطر دوری از مالیات دولت و احتیاطکاری‌های دیگر از گفتن دقیق اموال و دارایی خود خودداری کنند. انتهای صفحه 23. کتاب آشنایی با انواع رایج مقالطه. بخش 3. به همت گروه خوان آتئیست‌های ایران. راوی مینا دریا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. ابتدای صفحه 24. مقالطه نقل قول ناقص. یعنی اینکه شخصی که قولی را از کسی نقل می کند به دلیل پیروی از برخی گرایش‌های شخصی و اهداف شخصی گفتار دیگران را وسیله و ابزار قرار می دهد. اما بهره‌گیری او از سخنان دیگران گزینشی است، یعنی سخنان مرجع خود را سانسور می کند به شیوهی که محتوای آن با نظر اصلی و واقعی آن مرجع مغایر یا مباین باشد. در مقالطه نقل قول ناقص گاه خود عبارت یا عبارات به طور کامل نقل می شود، اما به دلایلی مثل حذف صدر و ذیل کلام محتوای سخن نقل شده با مجموعه آرا و نظریات مطرح شده در متن مرجع مغایر و مباین است.
برای توضیح این مغالطه به مثال‌های زیر توجه کنید. مثال 1. فرض کنید منتقدی درباره یک دیوان شعر که تازه سروده شده است چنین اظهار نظر می‌کند: این دیوان خوب بود و مجموعه اشعار لذت بخشی دارد. البته هرگز با شعر شاعران طراز اول برابری نمی کند. اما به هر حال اگر در جایی به دیوان شاعران برتر دسترسی ندارید، توصیه می کنم که در تنهایی به مطالعه این اشعار بپردازید. حالا اگر ناشر این کتاب برای تبلیغ شعر با استناد به قول منتقد در پشت جلد کتاب چنین نوشت، دچار مغالطه نقل قول ناقص شده است. این دیوان خوب بوده و مجموع اشعار لذت بخشی دارد. توصیه می کنم در تنهایی به مطالعه این اشعار بپردازید. مثال 2. رئیس جمهور ایالات متحده: اگر می توانستم تمام پیچ و مهره‌های برنامه اتمی ایران را برمی‌چیدم، اما نمی توانم. تیتر یک روزنامه در تهران: اوباما با نقض برجام مدعی شد اگر می توانستم تمام پیچ و مهره‌های برنامه اتمی ایران را برمی‌چیدم. مغالطه دروغ. دروغ معمولاً به عنوان یک فعل ناپسند اخلاقی شناخته می شود. دروغ علاوه بر جنبه اخلاقی که به شخص دروغگو برمیگردد، دارای یک جنبه معرفتی نیز هست که مربوط به افرادی است که سخن دروغ را میشنوند. پس میتوان گفت دروغ بر دو گونه است: دروغ اخلاقی و دروغ منطقی. منظور از دروغ اخلاقی عدم مطابقت گزاره بیان شده با اعتقاد گوینده است. دروغ منطقی نیز یعنی عدم مطابقت گزاره بیان شده با واقعیت خارجی. برای توضیح این مغالطه به مثال‌های زیر توجه کنید. مثال 1. او از مدیران این شرکت است. مدیران این شرکت حقوقی بالای 10 میلیون تومان میگیرند. پس حقوق او بیش از 10 میلیون در ماه است. اما او از مدیران این شرکت نیست. مثال 2. در سفری که به کانادا داشتم به آبشار نیاگارا رفته و به صورت تصادفی با یک ایرانی ثروتمند آشنا شدم و پیشنهاد او بود که به تجارت سنگ‌های تزیینی مشغول شوم. سفر به کانادا. مغالطه طوریه. هدف کسی که مرتکب مغالطه طوریه می شود همان هدف شخص دروغگو است، یعنی دادن اطلاعات نادرست به منظور فریفتن مخاطب. با این تفاوت که در طوریه ظاهر سخن معنای درستی دارد، اما آنچه مخاطب از آن درک می کند نادرست و دروغین است. مثال 1. من می روم در حیاط می ایستم. اگر تلفن با من کار داشت بگو در خانه نیست. مثال 2. 100 تومان داری به من قرض بدی؟ کیف پول هم همراه هم نیست. در واقع پولهایش در جیب خودش است. مغالطه تحریف. منظور از مغالطه تحریف تغییر و دخل و تصرف و تبدیل سخن دیگران است، به این وجه که با مفهوم و معنای اصلی جمله یا شعر یا عبارت مغایر باشد. مثال: مربی: من از وضعیت برخی بازیکنان تیم خودم راضی نیستم، اما امیدوارم با برنامه‌ریزی صحیح و همت همه بازیکنان در این فصل نتایج خوبی بگیریم. تیتر روزنامه: از بازیکنانم راضی نیستم، اما حتما نتایج خوبی خواهیم گرفت. مغالطه مسموم کردن چاه. در این مغالطه، مغالطه‌گر به جای استدلال بر یک موضوع، مخالفان آن موضوع را به صفتی ناپسند و گاه شرم‌آور توصیف می‌کند تا کسی جرأت و جسارت مخالفت با آن را نداشته باشد. مثال 1. کسانی که با اسلامی سازی علوم انسانی مخالفند غرب زده و بی ایمان هستند. مثال 2. کسانی که به لیست انتخاباتی A رأی بدهند نفوذی‌های دشمن و مخالفان استقلال کشور هستند. مثال 3. انسان‌های سالم و با شخصیت یا انسانی که ناموس درش می شود با آموزش مختلط دختران و پسران مخالف است، مگر کسانی که در مسائل جنسی دچار عقده حقارت هستند یا مگر کسانی که بی‌ناموس باشند. مغالطه تله‌گذاری. این مغالطه حالت مقابل مغالطه مسموم کردن چاه است.
در مغالطه مسموم کردن چاه، صفت مذمومی به مخالفان یک موضوع نسبت داده می شود و در مغالطه تله‌گذاری صفت ممدوح به طرفداران یک موضع نسبت داده می شود. مثال 1. خلیفه اول مسلمین ابوبکر است. هر کس او را خلیفه بشناسد اهل بهشت، مغالطه تله‌گذاری، و هر که او را خلیفه نشناسد جهنمی خواهد بود، مغالطه مسموم کردن چاه. علی بن ابی طالب امام اول مسلمین است. هر که او را امام اول شناسد حلال زاده، مغالطه تله‌گذاری، و هر کس او را امام اول نداند حرام زاده است، مغالطه مسموم کردن چاه. مثال 2. اهل فکر و اهل مطالعه طرفدار جدایی دین از سیاست هستند. مغالطه توسل به مرجع موثق. می‌دانیم که نظر یک متخصص در زمینه کار و تخصص خودش دارای اعتبار فراوانی است، اما مغالطه توسل به مرجع موثق زمانی پیش می‌آید که یک مرجع موثق علمی در زمینه غیر تخصصی خودش اظهار نظر می‌کند و این اظهار نظر برای درستی یک استدلال یا صدق یک حکم مورد استفاده و استشهاد قرار می‌گیرد. مثال 1. یکی از فیزیکدانان بزرگ معاصر و برنده جایزه نوبل بیان کرده که دینداری دلیل اصلی توسعه نیافتگی در کشورهای جهان سوم است. مثال 2. تیمسار احمدی که از بزرگان ارتش است اعتقاد دارد که بستن قرارداد با کشور فرانسه در زمینه خودروسازی به نفع کشور نیست. مغالطه عوام فریبی. توسل به احساسات عمومی برای تحصیل تصدیق همگانی به جای توسل به واقعیت‌های مرتبط است. مثال 1. علوم انسانی چیزی جز مشتی تخیلات لجام گسیخته نیست که عده‌ای یهودی و فراماسون به منظور انحراف مسلمانان بزرگش کردند. روح این علوم به کلی با روح اسلام بیگانه است. مثال 2. منتقدین نظریه نسبیت انیشتین مجموعه‌ای را تحت عنوان 100 دانشمند علیه انیشتین منتشر کردند و وقتی مطلب به گوش انیشتین رسید گفت اگر من این گونه بر خطا هستم سخن تنها یکی از آن 100 نفر کافی بود. مثال 3. مسی هم کفش نایک می پوشد. مغالطه توسل به زور. اگر به جای مجاب ساختن کسی توسط استدلال به درستی یک عقیده او را به هر نحو تهدید کنید دچار مغالطه توسل به زور شده اید. منظور از توسل به زور صرفاً خشونت فیزیکی نیست بلکه شامل هر نوع ارعاب و تهدید نیز می‌گردد. مثال 1. مادری مسیحی به فرزندش میگوید اگر به عیسی مسیح ایمان نداشته باشی تو را عاق خواهم کرد. مثال 2. کسانی که به دولت کمونیستی باور نداشته باشند حق ادامه تحصیل و استخدام را در کشور ما ندارند. مغالطه توسل به جهل. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که از جهل ما نسبت به پدیده استنتاج می‌کنیم که خلاف آن برقرار و صادق است. این مغالطه دارای 2 تقریر اثباتی و انکاری است. الف. تقریر اثباتی از مغالطه توسل به جهل. در تقریر اثباتی از امری که ابطال نشده به وجود یک شیء استدلال می شود. مثال 1. بخت و شانس وجود دارد زیرا کسی نتوانسته آن را رد کند. مثال 2. کسی نتوانسته وجود موجودات فضایی را ابطال کند پس موجودات فضایی وجود دارند. ب. تقریر انکاری از مغالطه توسل به جهل. در تقریر انکاری از امری که اثبات نشده بر عدم وجود شیء استدلال می شود. مثال 1. علم نتوانسته وجود خدا را اثبات کند پس خدا وجود ندارد. مثال 2. دادگاه نتوانسته قاتل نبودن شما را اثبات کند پس شما قاتل هستید. تذکر: علت مغالطه بودن توسل به جهل این است که نمیتوان بدون دلیل به صدق و کذب هیچ گزاره‌ای حکم کرد. اثبات صدق و کذب یک گزاره نیاز به دلیل دارد. یعنی اگر می‌خواهیم صدق گزاره‌ای را نشان دهیم باید برایش دلیل بیاوریم. همچنین برای ثابت کردن کذب نیز بایستی دلیل بیاوریم. لذا در هیچ یک از این 2 حالت نمیتوان از جهل به دلایل یک طرف دیگر را نتیجه گرفت.
مغالطه مسئولیت اثبات، نام دیگر مغالطه توسل به جهل. وقتی یک فرد ادعا می کند که گزاره X درست است، مسئولیت اثبات درست بودن این گزاره با اوست. این فرد نمی تواند بگوید که گزاره X درست است تا زمانی که کسی خلاف آن را ثابت کند، یا گزاره X درست است چون کسی نمی تواند خلاف آن را ثابت کند. به عبارت دیگر، این که در حال حاضر دلیلی برای نادرست بودن یک ادعا وجود ندارد مساوی با درست بودن آن ادعا نیست و کسی که خلاف این را بگوید در حال استفاده از مغالطه مسئولیت اثبات است. مثال: به نظر من این خونه روح داره چون هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که نداره. مغالطه طلب برهان از مخالفان. طلب برهان از مخالفان نوع خاصی از مغالطه توسل به جهل است. این مغالطه چنین است که کسی عقیده ای را بدون استدلال مطرح می کند، اما از دیگران می خواهد اگر با او مخالفند آن مدعا را ابطال کنند، در حالی که حق این است که هر کس مدعای جدیدی را مطرح می کند برای آن مدعا نیز اقامه کند. مثال: روزی مولا نصرالدین در نقطه ایستاده و گفت این نقطه مرکز زمین است. مردم به او گفتند چرا و به چه حسابی؟ او پاسخ داد اگر می توانید ثابت کنید اینطور نیست. مغالطه طرد شقوق دیگر. گاهی در برشمردن وضعیت‌های یک موقعیت با یک حالت منطقی و ریاضی و عقلی سر و کار داریم. برای مثال میگوییم که اعداد یا بزرگتر از 2 هستند یا برابر با 2 هستند و یا کوچکتر از 2 هستند. حال اگر کسی ثابت کند که عددی داریم که آن عدد نه برابر با 2 است و نه بزرگتر از 2، میتوان به راحتی نتیجه گرفت که آن عدد کوچکتر از 2 است. اما گاهی نه با یک حصر عقلی که با یک حصر استقرایی طرف هستیم. در این وضعیت باید بدانیم که با رد حالتهای دیگر حالت باقی مانده ثابت نمی شود. در مغالطه طرد شقوق دیگر، مغالطه کننده با سایر حالات در یک حصر استقرایی حالت دیگر را نتیجه می گیرد. مثال 1: مخالفان دولت ما یا ساده‌لوح هستند یا مزدور غرب. مثال 2: شیوه های لیبرال دموکراسی در کشورهای غربی با مشکل بحران اقتصادی مواجه شدند، پس تنها یک دولت کمونیستی میتواند موفق باشد. مغالطه سوال مرکب. برخی سوالها صورت ساده‌ای ندارند که بتوان به آسانی به آن پاسخ گفت. وقتی بازجو از متهم میپرسد آیا مدارک سرقت شده را در منزل مخفی کرده ای؟ جواب سوال چه مثبت باشد یا منفی به نحو ضمنی اعتراف به این جرم است که پول را سرقت کرده است. سوال مزبور در واقع ترکیبی از 2 سوال است. آیا مدارک مربوطه را سرقت کرده ای؟ آیا مدارک سرقت شده را در منزل پنهان کرده ای؟ روشن است طرح سوال دوم اساساً منوط به جواب مثبت به سوال اول است. مثال 1: آیا کتک زدن همسر خویش را متوقف کرده اید؟ آیا همسر خویش را کتک میزنید و آیا کتک زدن او را متوقف کرده اید؟ مثال 2: آیا روشنفکر غرب زده هستید؟ آیا روشنفکر هستید و آیا غرب زده هستید؟ مغالطه تکرار. در روش‌های منطقی انتظار می‌رود کسی که ادعایی دارد یک بار آن را به صورت دقیق بیان کند و سپس به اثبات آن ادعا از طریق دلیل و برهان بپردازد. اما در مغالطه تکرار شخص به جای اثبات مدعای خویش به انواع مختلف به تکرار آن مدعا می‌پردازد تا از نظر روانی مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار دهد. تکرار در روانشناسی تکرار تأثیر فراوانی در قبول عمومی یک محصول دارد. مثال 1: شخص A: شما مفسد اقتصادی هستید. شخص B: چطور این ادعا را مطرح می کنید؟ شخص A: همه می دانند که شما فساد اقتصادی داشته اید. شخص B: اما هیچ دادگاهی مرا محکوم نکرده است. شخص A: دزدی و فساد شما آنقدر مشهود است که نیاز به دادگاه ندارد. شخص B: پس چطور مرا محکوم می کنید؟ شخص A: واقعا با وجود این همه فساد اقتصادی واضح چگونه جرأت می کنید حتی صحبت کنید؟ و ادامه. مثال 2:
میگویند هیتلر به شبکه‌های رادیویی آلمان دستور داده بود که هر شب سخنرانی‌هایش را برای مردم پخش کنند تا آرمان‌هایش در ذهن مردم حک شود و همه بیچون و چرا از آن تبعیت کنند. تذکر: توجه کنید که تکرار فی نفسه مغالطه نیست. مغالطه زمانی رخ می‌دهد که تکرار یک مدعا جای اثبات آن را بگیرد. مغالطه بار ارزشی کلمات. در یک گزارش خبری و نیز در یک استدلال منطقی باید تا حد امکان از کلماتی استفاده کنیم که از نظر بار ارزشی خنثی باشند. در مغالطه بار ارزشی کلمات، مغالطه‌گر می‌خواهد به جای گزارش خبری از امر واقع و نیز به جای استدلال منطقی با استفاده از بار ارزشی کلمات ذهن مخاطب خود را تحت تاثیر عاطفی قرار دهد. مثال 1. الف: ما در اعتقادات پاک خود وفادار و ثابت قدم هستیم. ب: شما در اعتقادات خود متعصب و لجوج هستید. ج: او در اعتقاداتش یک دنده و کله شق است. مثال 2: وقتی یک گزارشگر خبری با یک تاریخدان در مورد یک جنگ چنین گزارش می‌دهد، دچار مغالطه بار ارزشی کلمات شده است. در نبرد دو جبهه حق و باطل، 100 نفر از جبهه حق به درجه رفیع شهادت رسیدند و 120 نفر از طرفداران باطل به درک نائل شدند. به جای صورت بالا، گزارشگر و تاریخ نویس باید چنین گزارش دهند: در نبرد دو گروه A و B، تعداد 100 نفر از جبهه A و 120 نفر از جبهه B کشته شدند. تذکر: گاهی در سخن گفتن و نوشتن به دلیل امکانات محدود زبان و نیز بسته به برخی شرایط فرهنگی و سیاسی نمیتوان از بار ارزشی کلمات اجتناب کرد. در چنین مواردی گوینده و نویسنده ضمن استفاده از بار ارزشی کلمات بایستی سعی کنند که استعمال چنین کلماتی جایگزین استدلال نشود. مغالطه خلط انگیزه و انگیخته. این مغالطه بسیار رایج است، لذا شناخت آن بسیار کارآمد خواهد بود. گفتنی است که از نظر منطقی انگیزه‌های روانی، خواستگاه‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی نمی‌توانند دلیلی برای صدق یا کذب یک گزاره فراهم کنند. مغالطه خلط انگیزه و انگیخته وقتی رخ می‌دهد که مغالطه‌گر به جای نقد محتوای یک گزاره به خواستگاه عقیدتی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی آن عقیده بپردازد و آن را زیر سوال ببرد. مثال 1: نظریه‌های روانشناختی فروید غلط هستند، زیرا تمام آنها برگرفته از اسطوره‌های دین یهود هستند. مثال 2: پروفسور رورتی یک امریکایی است. چطور ممکن است که یک امریکایی نظریه سیاسی و اقتصادی درستی درباره جامعه ایران داشته باشد؟ مغالطه پهلوان پنبه یا مترسک سر جادی است. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که به جای نقد قوی ترین صورت یک نظریه، آن را به صورتی بسیار ضعیف برای مخاطبان معرفی کنیم و سپس آن صورت ضعیف را نقد کنیم. یعنی به جای مساوی با یک پهلوان واقعی، یک پهلوان پنبه درست کنیم و آن پهلوان پنبه را به زمین بزنیم. پهلوان پنبه کسی را شکست نخواهد داد و مترسک سر جادیز نیز جز کلاغ‌های کم‌هوش کسی را نخواهد ترساند. لذا این مغالطه را مغالطه پهلوان پنبه یا مغالطه مترسک سر جادیز میگویند. مثال 1: لیبرالیسم یعنی آزادی مطلق و بی‌بندوباری. واقعا بی‌بندوباری محض مورد پسند کدام انسان عاقل است که روشنفکران ما آن همه از لیبرالیسم دفاع می‌کنند؟ مثال 2: کمونیسم یعنی اشتراک در همه چیز، حتی اشتراک در زن و فرزند. آقایان کمونیست به ما میگویند که همسرت را با دیگران شریک شو. وقتی سگ‌های شکاری به جای تعقیب صید به سمت و سوی دیگری می‌روند، شکارچیان کیسه ای را که حاوی ماهی دودی است در مسیر سگ‌های شکاری قرار می‌دهند. بوی ماهی دودی سگ‌ها را به سمت و سوی مورد نظر شکارچی سوق می‌دهد. مغالطه ماهی دودی هنگامی رخ می‌دهد که در یک مسیر استدلالی مغالطه‌گر با طرح یک نکته انحرافی در نقش ماهی دودی مخاطب را از مسیر منطقی استدلال منحرف می‌کند و به سمت و سوی مورد نظر خود می‌برد.
مثال 1. در مصاحبه تلویزیونی آقای الف کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره حقوق بانوان چیست پاسخ می‌دهد. در کشور ما زنان بیشتر از مردها در دانشگاه‌ها حضور دارند. 54% دختران و 46% پسران. دقت کنید که آقای الف قرار بود موضع خود را درباره حقوق بانوان بیان کند، نه اینکه بیان کند در دانشگاه چه اتفاقی افتاده. آقای الف با بیان یک نکته انحرافی اساساً موضع خود را پیرامون حقوق زنان روشن نکرد. مثال 2. خانم خطاب به شوهر: تو چرا هیچ وقت تولد من یادت نیست؟ شوهر: خوب شد گفتی، چه جواهری برات بخرم؟ تذکر: مقالطه ماهیدودی بیشتر یک مقالطه در مقام گفتار و محاوره است، زیرا در مقام گفتار و محاوره تمرکز روی موضوع اصلی کمتر است. کتاب آشنایی با انواع رایج مقالطه، بخش 4، به همت گروه خانه آتئیست‌های ایران. راوی مینا دریا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. ابتدای صفحه 34. مقالطه ذوالوجهین جعلی. پروتاگوراس، سوفیست و خطیب یونانی، تصمیم گرفت به دانشجوی فقیری درس حقوق بدهد و همچنین راه و رسم سخنوری و مقالطه را به او بیاموزد و مقرر شد در ازای تعلیم مورد نظر دانشجو نه در آغاز بلکه در پایان تحصیل حق و زحمه پروتاگوراس را بپردازد. مشروط بر این که شاگرد برای اولین بار در جلسه دادگاه بر طرف مقابل خود پیروز شود. پس از اتمام تحصیل مدتها برای شاگرد پرونده‌ای پیش نیامد که به دادگاه برود. در نتیجه شاگرد بر اساس توافق اولیه از پرداخت اجرت یاد شده سرباز میزد. پروتاگوراس برای گرفتن حق و زحمه خویش حیله‌ای اندیشید و از شاگرد به دادگاه شکایت کرد. جلسه دادگاه برای حل و فصل دعوا تشکیل شد. پروتاگوراس در صحن دادگاه رو به جمعیت کرد و گفت: اگر دادگاه به نفع من حکم دهد من پیروز می شوم و شاگرد باید طبق حکم دادگاه دستمزد مرا بپردازد. اما اگر شاگرد پیروز شود، چون این اولین جلسه است که او در دادگاه پیروز شده، طبق توافق اولیه باید دستمزد مرا پرداخت کند. در هر دو حال چه شکست بخورم و چه پیروز شوم، شاگرد باید دستمزد مرا بپردازد. حضار از زیرکی پروتاگوراس و از نحوه استدلال او به شگفت آمدند. حال نوبت به شاگرد بود که از خود دفاع کند. وی گفت: اگر دادگاه به نفع من حکم کند و من پیروز شوم، نباید پولی به پروتاگوراس بپردازم و اگر من مغلوب شوم و او پیروز شود، طبق قول و قرار قبلی نباید اجرتی بپردازم. پس در دو حالت نباید پولی به پروتاگوراس بپردازم. حاضرین در جلسه دادگاه این بار بیش از پیش شگفت زده شدند. مقالطه‌ای که پروتاگوراس و شاگردش با زیرکی انجام دادند مقالطه ذوالوجهین جعلی نام دارد. مقالطه ذوالوجهین جعلی از لحاظ صورت منطقی درست است، اما از لحاظ محتوای منطقی غلط و کاذب است. صورت منطقی قیاس ذوالوجهین به شکل زیر است. مقدمه اول: اگر A آنگاه B و اگر C آنگاه D. مقدمه دوم: یا A یا C. نتیجه: یا B یا C. اگر استدلالی ارائه شود که به لحاظ صورت همانند صورت فوق باشد اما مقدمه اول یا دوم آن مخدوش باشد، مقالطه ذوالوجهین جعلی رخ می‌دهد. مثال: در افسانه‌ای میگویند وقتی سپاه مسلمین به ایران حمله کرد با کتابخانه‌های بزرگی مواجه شد. سربازان از فرماندهشان پرسیدند با کتاب‌های درون کتابخانه چه کار کنیم؟ فرمانده در پاسخ گفت: آن کتاب‌ها یا در راستای کتاب خدا هستند یا در راستای کتاب خدا نیستند. اگر در راستای کتاب خدا باشند به آن کتاب‌ها نیازی نیست، چون در کتاب خدا آن حرف‌ها به صورت کاملتر وجود دارد و اگر آن کتاب‌ها در راستای کتاب خدا نیستند باز نیازی به آنها نیست. پس کتاب‌ها را بسوزانید.
مغالطه توهین، گزاره منطقی فارغ از احوال اخلاقی فرد گوینده میتواند صادق یا کاذب باشد. ممکن است یک انسان فاسد الاخلاق گزاره درستی را بیان کند و نیز ممکن است یک انسان دارای صفات اخلاقی بسیار پسندیده گزاره نادرستی را بر زبان آورد. لذا دریافتن صدق و کذب یک گزاره به جای تمرکز بر صفات اخلاقی گوینده بایستی بر خود گزاره تمرکز کنیم. مغالطه توهین زمانی رخ می‌دهد که یک شخص در مقام نقد سخن دیگری با مخدوش کردن چهره او کذب سخن گوینده را نتیجه بگیرد. مثال 1. شخص A: دولت تحت ریاست شما نتواند در عرصه سیاست خارجی موفق عمل کند. شخص B: شما که به استقلال کشور باور ندارید و وابسته به کشورهای خارجی هستید، از سیاست خارجی دولت من ایراد نگیرید. مثال 2. نوشته های دکتر الف درباره حقوق زنان از بیخوبان اشتباه است. خود این آقا 3 بار ازدواج کرده. مغالطه کامل نامیسر. در زندگی واقعی کم پیش می آید در شرایطی قرار بگیریم که بتوانیم حالت ایدئال و مطلوب خود را به دست بیاوریم. بنابراین بایستی از بین حالت غیر ایدئال دست به انتخاب بزنیم. یعنی بین گزینه‌های موجود بر اساس مقایسه گزینه‌ای که خیر بیشتر و یا شر کمتری از سایر گزینه‌ها دارد را انتخاب کنیم. مغالطه کامل نامیسر وقتی پیش می آید که شخصی با رد همه گزینه‌های موجود به دلیل نقصی که دارند گزینه بدیل و کاملی را مطرح کند که در حال حاضر دست نیافتنی باشد. یعنی بر اساس گزینه کامل و دست نیافتنی تمام گزینه‌های موجود را بی‌اعتبار بداند. مثال 1. من انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارم زیرا هیچ یک از نامزدها دارای تمام شرایط مطلوب نیستند. مثال 2. من توافقنامه برجام را نمیپذیرم زیرا تمام خطوط قرمز در آن رعایت نشده است. کافی بود با کمی مقاومت هم به وضع اقتصادی مطلوب دست پیدا کنیم و هم تمام دستاوردهای هسته‌ای را حفظ کنیم. مغالطه منشأ. بایستی دقت کرد که از نظر منطقی هر گزاره فارغ از گوینده یا گویندگان آن تنها بر دلیل و برهان خود استوار است. لذا از میزان محبوبیت یا تنفر یک جامعه نسبت به یک شخص یا یک گروه نبایستی صدق یا کذب یک گزاره را استنتاج کرد. مغالطه منشأ زمانی رخ می‌دهد که کسی با انتساب یک سخن به اشخاص منفور سعی کند کذب آن سخن را نتیجه بگیرد. بنابراین باید همواره هوشیار بود که اگر کسی سخنی را به تیمور لنگ، چنگیزخان، هیتلر و غیره منتسب کرد، صرفاً به دلیل این انتساب کذب گزاره را نتیجه نگیرد. مثال 1. اقتصاد توحیدی یک نظریه کاملا غلط است، چرا که اولین کسی که نظریه اقتصاد توحیدی را مطرح کرد بنی صدر بود. وی به جرم خیانت از ریاست جمهوری خلع شد و به خارج فرار کرد. مثال 2. لیست انتخاباتی A یک لیست نفوذی است، چرا که نخست وزیر انگلستان و رئیس جمهور اسرائیل از آن حمایت کردند. مغالطه هر بچه مدرسه‌ای می‌داند. عموم مردم آنچه را که هر بچه مدرسه‌ای می‌داند به عنوان امری بدیهی و بسیار روشن قلمداد می‌کنند. ارتکاب این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که مغالطه‌گر به جای استدلال برای موضع خود آن را کاملا روشن و بدیهی جلوه می‌دهد و به مخاطب خود القا می‌کند که فهم تو آنقدر پایین است که حتی از آنچه که یک بچه مدرسه‌ای یا یک فرد کاملا عادی می‌داند اطلاع نداری. مثال 1. حتی بقال سر کوچه ما هم می‌داند آدمی که برای خرید جنس به مغازه‌ای پا می‌گذارد نباید خود را خیلی مشتاق نشان دهد تا فروشنده به خاطر اشتیاق خریدار قیمت جنس را بالا نبرد. متاسفانه وزیر امور خارجه ما با آن همه سوابق خود را برای مذاکره و رسیدن به توافق با غربی‌ها خیلی مشتاق نشان می‌دهد. مثال 2. هر بچه مدرسه‌ای می‌داند که دولت برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی بایستی درهای کشور را باز کند و اجازه دهد خارجی‌ها کالاهای خود را وارد کنند. مغالطه اعترافگیری. این مغالطه صورتی از مغالطه سوال مرکب است، یعنی مغالطه‌گر دو یا چند سوال که پاسخهای متفاوتی دارند را با هم ترکیب می‌کند و با گیج کردن شخص مصاحبه شونده از پاسخ او سوء استفاده می‌کند. رجوع کنید به مغالطه شماره 26.
در مقالطه اعترافگیری مقالطه‌گر در مقام پرسشگر با ترکیب چند سوال پاسخ دهنده را در جایگاهی قرار می‌دهد که با پاسخ دادن به سوال مجبور شود که امری را به طور ضمنی بپذیرد. برای فریب نخوردن در مواجهه با این مقالطه بایستی در مقام پاسخ سوالها را از هم تفکیک کنیم و هر کدام را یک به یک پاسخ بدهیم. مثال 1. خبرنگار صدا و سیما خطاب به رئیس جمهور اتریش: چرا اتریش و کشورهای اروپایی تحریم‌های بانکی را لغو نمی‌کنند؟ رئیس جمهور اتریش: لغو تحریم بانکی فقط بسته به تصمیم اتریش نیست. بایستی همه کشورهای اروپایی همکاری کنند. اگر آنها همکاری لازم را انجام دهند، قطعاً اتریش هیچ مشکلی ندارد. دقت کنید که خبرنگار با ترکیب 2 سوال که پاسخهای متفاوتی دارند، تنها 1 سوال پرسیده و رئیس جمهور اتریش را منحرف کرده است. سوالها از این قرار بایستی باشند: الف: آیا کشورهای اروپایی تحریم‌های بانکی را لغو کردند؟ ب: آیا کشور اتریش به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های بانکی را لغو کرده است؟ خبرنگار با پرسیدن این سوال می‌تواند از پاسخ رئیس جمهور کاملا سوء استفاده کند که مثلا طبق گفته رئیس جمهور اتریش کشورهای اروپایی اساساً تحریم‌های بانکی را بر نداشتند و در برداشتن تحریم‌های بانکی همکاری نمی‌کنند، در حالی که اگر سوالها به تفکیک پرسیده شده بود پاسخ می‌توانست این باشد که کشورهای اروپایی تحریم‌های بانکی را برداشتند. اتریش هم در برداشتن تحریم‌های بانکی همکاری کرده. احتمالاً مشکل از بانک مرکزی ایران باشد که برداشته شدن تحریم‌های بانکی را به اطلاع مردم ایران نرسانده است. مثال 2. خبرنگار یک رسانه خارجی به معاونت حقوق بشر ایران: چرا ایران مخالفانش را اعدام می‌کند؟ دقت کنید که این سوال علیرغم ظاهر ساده‌اش 2 سوال است. نخست باید پرسیده شود که الف: آیا ایران مخالفانش را اعدام می‌کند؟ و اگر پاسخ این سوال مثبت بود تازه می‌توان پرسید که ب: چرا ایران مخالفانش را اعدام می‌کند؟ توجه کنید که پرسشگران با پرسیدن این سوالهای مرکب از مصاحبه شونده اعتراف ضمنی میگیرند که پس در ایران مجازات اعدام وجود دارد و حالا که وجود دارد پاسخ بده چرا؟ در حالی که اگر سوال به صورت مرکب پرسیده نشده بود ممکن بود مصاحبه شونده بگوید که در ایران مجازات اعدام وجود ندارد. مغالطه جلب ترحم: هنگامی که سقراط فیلسوف بزرگ یونانی را به جرم توهین به خدایان و گمراه ساختن جوانان به دادگاه می بردند، در بخشی از سخنانش در محضر دادگاه چنین گفت: شاید در میان شما کسانی باشند که به یاد می آورند وقتی به محکمه آورده شدند و در معرض کوچکترین خطری قرار گرفتند در برابر دادگاه زاری نموده و اشک‌ها ریختند. حتی برای جلب ترحم کودکان خود را به دادگاه آوردند. اما من سقراط که در معرض بزرگترین خطرها مرگ هستم هیچگاه چنین نمی کنم. من نیز بستگانی دارم، زیرا به قول هومر از میان درختان بلوط و از سنگ بیرون نجستم بلکه از میان آدمیان برخاستم و حتی 3 پسر دارم که یکی از آنها بزرگ شده و 2 دیگر هنوز کودک هستند، ولی هرگز برای جلب ترحم آنها را به دادگاه نیاوردم. فی‌الواقع سقراط در دادگاه نیز دست از تعلیم یونانیان بر نمی دارد و به آنها می گوید که برانگیختن عواطف و احساسات مردم قاضی‌ها و هیئت منصفه در نشان دادن صدق یا کذب سخنان او یا هر کس دیگر از نظر منطقی تأثیری ندارد. لذا از دادگاه می‌خواهد به منطق سخنان او گوش دهد، نه به عواطف و احساساتی که سخنان او یا هر کس دیگر برمی‌انگیزد. مغالطه جلب ترحم زمانی رخ می‌دهد که شخص مغالطه‌گر به جای آنکه برای ادعای خود استدلال بیاورد شرایطی را فراهم کند که دیگران به حال او ترحم کنند و فقط به خاطر این ترحم حرف او را بپذیرند. مثال 1: من رئیس خوبی برای اداره شما نبودم، اما من به خاطر همین اداره ضعف عصب گرفتم و به ناراحتی قلبی مبتلا شدم. بدنم به خاطر خدمت به شما علیل شد. مثال 2:
هزاران نفر از ژاپنی‌ها در جنگ جهانی کشته شدند و امریکایی‌ها 2 شهر ژاپن را با بمب ویران کردند. واقعاً مسئولان ژاپنی چگونه خود را راضی خواهند کرد که از خون آن همه ژاپنی مظلوم به راحتی بگذرند و با امریکا رابطه برقرار کنند؟ مغالطه ایمان. اصل ایمان داشتن امری غیر عقلانی نیست، اما مغالطه ایمان زمانی رخ می دهد که شخص فکر کند چون به امری باور دارد پس آن امر صادق نیز هست. یعنی از ایمان به گزاره پی به صدق گزاره پی حکم کند. شکل سوری این مغالطه اینگونه است: من ایمان دارم که پی پس پی درست است. ایمان داشتن دلیلی بر صادق بودن یک گزاره نیست. کسی که میخواهد نشان دهد متعلق ایمانش صادق است بایستی برای صدق آن دلیل بیاورد. مثال 1: من ایمان دارم که درخت سرو برای من خوششانسی میآورد، پس درخت سرو برای من خوششانسی میآورد. مثال 2: من ایمان دارم که جهان روزی چهره عدل و داد را خواهد دید، پس جهان حتما چهره عدل و داد را خواهد دید. مغالطه تبار شناختی. حتما زیاد شنیده اید که قرآن کروی بودن زمین را پیش از نظریات نجوم جدید در آیه رب المشرقین و رب المغربین اعلام کرده، یا نظریه خورشید مرکزی 2-3 هزار سال قبل در آثار هیپارخوس بیان شده است. علالخصوص با اوج گرفتن علم جدید بسیاری از دینداران اعم از مسلمانان و مسیحی و یهودی سعی کردند با تفسیر کتاب‌های مقدس خود نشان دهند که برخی از نظریه‌های علوم جدید سالها قبل در کتاب‌های مقدس آنها بیان شده است. چنین تلاش‌های مبتنی بر 2 پیش‌فرض قابل چالش بودند. الف: مفروض گرفته بودند که نظریه‌های علمی حقایقی مسلم و انکارناپذیرند. پس اگر کسی بتواند نشان دهد که این حقایق انکارناپذیر علمی با گزاره‌های دینی مطابق هستند، حقانیت دین خودش را اثبات کرده است. ب: دیگران که مفروض گرفته بودند که یکی از وظایف کتاب‌های مقدس تبیین نظریه‌های علمی است. اما فیلسوفان علم شک برانگیز بودن فرض اول و فیلسوفان دین چالش برانگیز بودن فرض دوم را نشان دادند. فیلسوفان علم نشان دادند که نظریه‌های علمی با وجود تمام اعتبار و کاربرد صرفاً حدس‌های موقتی‌اند و نه حقایقی مسلم و انکارناپذیر. فیلسوفان دین نیز نشان دادند که علم و دین در زبان و هدف با یکدیگر متفاوت هستند، هرچند این تفاوت از اعتبار هر یک نخواهد کاست، اما جایگاه متفاوتی را به هر یک خواهد داد. علاوه بر 2 اشکال فلسفی یاد شده، یک اشکال منطقی نیز در چنین تلاش‌هایی مشاهده می‌شود که ما عنوان مغالطه تبار شناختی را به آن می‌دهیم. مغالطه تبار شناختی به این صورت است که مغالطه‌گر از شباهت یک نظریه کاملا جدید با یک گزاره در بطن یکی از متون تاریخی چنین به ذهن القا می‌کند که آن 2 نظریه این همان و یکسان هستند. اشکال منطقی موجود در مغالطه تبار شناختی ناشی از این حقیقت منطقی است که از شباهت 2 شیء A و B نمی‌توان حکم به یکسانی و این همانی A و B داد. مثال 1: در برگه‌های سازمان انرژی اتمی شعری از حاتف اصفهانی آمده است که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. القای شباهت بین بیت شعر حاتف و نظریه اتمی و انرژی هسته‌ای. مثال 2: مرحوم دکتر سحابی کتابی با عنوان خلقت انسان دارند که در آن سعی کرده نشان دهد که نظریه تطور داروین در قرآن مجید آمده است. مغالطه لولو خورخوره. شاید به خاطر داشته باشید که در کودکی من و شما موجودات موهومی حضور داشتند که فقط گوش به فرمان پدرها و مادرها بودند و اگر بچه کار زشتی انجام میداد پدر و مادر تهدید به احضار آن موجود میکردند. این موجود موهوم در هر خانواده نامی متفاوت داشت: لولو خورخوره، یه سر و 2 گوش، آقا قوله، نمکی و غیره.
تخصص لولو خورخوراها در ترساندن بود و عجیب تر این که لولو خورخوراها با همه انواع و اقسامشان فقط مربوط به دوران کودکی نیستند، بلکه همراه با آدم‌ها بزرگتر و پیچیده تر شدند و گاه ابزاری می‌شوند در دست یک طبقه برای ترساندن و مهار کردن طبقه دیگر. مغالطه لولو خورخوره زمانی رخ می‌دهد که شخصی گزاره‌ای را مطرح ساخته و استدلال‌هایش را برای دفاع از آن گزاره بیان کند، اما دیگران به جای آنکه به نقد دلایل و دعاوی آن شخص اقدام کنند، فضای موهوم و ترسناکی را ترسیم می‌کنند که در آن فضا اگر سخن شخص درست از آب درآید اتفاقات بدی رخ خواهد داد. مثال 1. شخص A: به نظر می رسد ما نیاز داریم که دانشگاه‌های فعالتری از نظر علمی داشته باشیم و برای فعالتر شدن دانشگاه‌ها بایستی استادان بزرگ خارجی در همه رشته‌ها را دعوت کنیم که در کشور ما تدریس کنند و کنفرانس بدهند. شخص B: ورود استادان و مباحث علمی خیلی هم خوب است و ما موافق آن هستیم، اما بهتر است بدانید سرویس های جاسوسی غربی جاسوسان خودشان را در پوشش استاد دانشگاه وارد کشور ما می کنند و آن وقت دانشگاه های ما محل جولان جاسوس ها می شود. مثال 2: آنهایی که این روزها طرفدار دموکراسی و آزادی بیان شدند فقط می‌خواهند اقتدار کشور را با اسمهای زیبا زیر سوال ببرند و کم کم کشور را به هرج و مرج و فقر و فلاکتی بکشانند که در زمان قاجارها در کشور حاکم بود. مغالطه مناقشه در مثال: این مغالطه وقتی رخ می‌دهد که شخص A نظر یا عقیده ای را مطرح ساخته و برای دفاع از آن نظر یا عقیده استدلال‌هایش را بیان کند و سپس برای روشن‌تر شدن بحث مثال یا مثال‌هایی را ذکر می‌کند. اما شخص B برای نقد نظر شخص A به جای پرداختن به استدلال‌های شخص A به زیر سوال بردن مثال‌های او اهتمام ورزد. مثال: شخص A: آزادی بیان موجب بلوغ سیاسی و فرهنگی می شود و بلوغ سیاسی و فرهنگی باعث به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها می گردد. برای مثال در کشور امریکا سیاه‌پوستان به حقوق قابل اعتنایی دست یافتند. شخص B: حقوق اقلیت ها در امریکا؟ چرا خودتان را به خواب می زنید؟ دیروز تلویزیون تصاویری از کتک خوردن یک سیاه‌پوست بیچاره را به دست پلیس امریکا نشان می داد. مغالطه توسل به اکثریت: این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که از باور اکثریت به صادق بودن یا کاذب بودن یک گزاره به صدق یا کذب آن گزاره حکم کنیم. شکل صوری این مغالطه چنین است: اکثریت باور دارند که پی پس پی صادق است. اکثریت باور ندارند که پی پس پی کاذب است. مثال 1: آخرین نظرسنجی‌های جهانی نشان می‌دهد که اکثریت مردم جهان به وجود خدا باور ندارند، پس خدا وجود ندارد. مثال 2: اکثریت مردم مسیحی سقط جنین را غیر اخلاقی می‌دانند، پس سقط جنین غیر اخلاقی است. مغالطه شخص ستیزی: این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که به جای نقد آنچه یک شخص میگوید به شخصیت آن فرد حمله کنیم و از اینکه شخصیت او برای ما پذیرفته شده نیست یا رفتاری دارد که مورد پسند ما نمیباشد به کاذب بودن سخن او حکم کنیم. شکل صوری این مغالطه چنین است: شخص A میگوید P به علاوه شخص A انسان بدی است، پس P کاذب است. این شکل استدلال مغالطه آمیز است، زیرا صدق و کذب یک گزاره ربطی به گوینده و احوال او و خواستگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادیش ندارد. مثال: شخص A اکهارت عارف مسیحی میگوید برای درک کلام خدا بایستی 3 کار انجام داد: 1. زمین گذاشتن جدل، 2. راضی به رضای حق بودن، 3. کف نفس و خویشتن‌داری. شخص B: اگر سخن اکهارت درست بود که خودش مسلمان شده بود. مغالطه رها نکردن پیش‌فرض:
هرچند رابطه نظریه و مشاهده رابطه پیچیده و چند لایه است، اما نهایتاً بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که مشاهده واقعیت‌ها بایستی عقاید ما را تصحیح کنند، نه اینکه ما بر حسب عقاید غیر قابل تغییر خود به گزینش واقعیت‌ها و تفسیر آنها دست بزنیم. اگر کسی علیرغم مشاهده واقعیت‌های باطل کننده عقیده‌اش باز هم بر عقیده‌اش پافشاری کرد، دچار مغالطه رها نکردن پیش‌فرض شده است. مثال 1. کشیش‌ها خطاب به گالیله: ما نیاز نداریم از عدسی تلسکوپ تو به آسمان ها نگاه کنیم. کتاب مقدس میگوید تنها 7 فلک وجود دارد. اگر تو بیشتر یا کمتر از 7 فلک میبینی، یا تلسکوپ تو خراب است یا چشمهایت ایراد دارد. مثال 2. جنبش‌های موسوم به بهار عربی جنبش‌هایی در جهت احیای اسلام بوده است. اگر شعارهای آزادی و دموکراسی در این جنبش‌ها شنیده می‌شود، اصالتاً شعارهای مردمی نیست، بلکه ناشی از نفوذ سرویس‌های جاسوسی غربی است. مغالطه متهم نکردن اصول اساسی نظریه‌های علمی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی در طی زمان آزموده می‌شوند. اگر این نظریه‌ها از آزمون‌های مختلف سربلند بیرون نیامدند، یا بایستی جرح و تعدیل گردند یا به کناری نهاده شوند. در آزمودن یک نظریه بایستی 3 عنصر مهم را از هم جدا کرد. 1. اصول اساسی نظریه. 2. تعابیر مختلف از اصول اساسی نظریه. 3. عاملان و ابزارهای اجرایی کردن نظریه. اگر نظریه‌ای در طی زمان و در طول آزمایش‌های مکرر موفق عمل نکرد، می‌توان یکی یا هر 3 عنصر فوق را در شکست نظریه دخیل دانست. حال اگر کسی بارها و بارها یک نظریه را آزمود و هر بار نیز دچار مشکل شد، ولی در بررسی مشکل نظریه عدم موفقیت را صرفاً ناشی از عاملان و ابزارها و یا ناشی از تعابیر دانست و هیچگاه اصول اساسی نظریه را متهم نکرد و زیر سوال نبرد، دچار مغالطه متهم نکردن اصول اساسی نظریه شده است. این مغالطه شکل پیچیده مغالطه رها نکردن پیش‌فرض است. مثال 1. نوشته‌های مارکس هیچ ایرادی ندارد. ایراد اساسی متوجه قرائت‌هایی است که از مارکس به اسم مارکسیسم رواج یافته و نیز متوجه کسانی که در شوروی و چین به اجرای آن پرداختند. اگر نظریات مارکس درست فهمیده و اجرا می‌شد، جهان طعم عدالت و برابری را می‌چشید. مثال 2. ما معتقدیم که پراید یک خودرو پیشرفته است، اما اگر بپرسید که علت تصادفات فراوان این خودرو چیست، بایستی عرض کنم که مشکل متوجه این خودرو و سیستم‌های آن نیست. علت اصلی تصادفات عدم مهارت رانندگان، بدی جاده‌ها و نامساعد بودن آب و هواست. مغالطه شخص پرستی. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که دلیل صدق یک گزاره را خوبی اخلاقی و مقبول بودن شخص گوینده بدانیم. شکل سوری این مغالطه چنین است: شخص A میگوید P، به علاوه شخص A انسان خوبی است، پس P صادق است. این شکل استدلال مغالطه آمیز است، زیرا صدق و کذب گزاره به گوینده و احوال او و خاستگاه سیاسی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادیش ربطی ندارد. متاسفانه مغالطه شخص پرستی در جامعه ما رواج زیادی دارد. مثال: امام جمعه مسجد ما میگوید زمین مسطح است. ایشان فرد بسیار صالح و دینداری هستند، پس زمین مسطح است. مغالطه آرزو اندیشی. داشتن آرمان و آرزو و نیز امید برای دستیابی به آنها میتواند برای سلامت هر فرد و هر جامعه‌ای مفید باشد، به شرط آنکه آرمان و آرزو با واقعیت هماهنگ بوده و صرفاً یک خیال پردازی کودکانه نباشند. مغالطه آرزو اندیشی زمانی رخ می‌دهد که شخص به جای توسل به واقعیت‌های موجود صرفاً بر اساس آرزوهای خود به پیشبینی بپردازد. یک ضرب‌المثل قدیمی میگوید کسی که واقعیت‌ها را نبیند هلاک می‌شود. مثال 1. من به عنوان رئیس دولت در 2 سال آینده 5 میلیون شغل ایجاد می‌کنم.
2.5 میلیون شغل در سال جاری و 2.5 میلیون شغل در سال آینده و این یعنی حل معضل بیکاری کشور ظرف 2 سال. در حالی که واقعیت‌ها میگویند در بهترین حالت دولت توانسته 50,000 شغل در سال ایجاد کند. مثال 2. واردات هواپیما اشتباه بزرگی است. ما ظرف مدت کوتاهی می توانیم به سازنده و صادرکننده هواپیما در جهان تبدیل شویم. چرا خودباوری ندارید و به جوانها اعتماد نمی کنید؟ این در حالی است که در صنعت مشابه خودروسازی و با داشتن سابقه زیاد متخصصان کشور صرفاً مونتاژ کننده هستند. مغالطه توالی. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که پدیده A را که صرفاً پیش از پدیده B رخ می‌دهد علت وقوع پدیده B تلقی کنیم. شکل سوری این مغالطه چنین است: رخداد A پیش از رخداد B به وقوع پیوسته. پس A علت B است. مغالطه توالی منشأ بسیاری از خرافات رایج در زندگی عموم مردم است. مثال 1. امروز صبح پیش از تصادف یک کلاغ دیدم. دیدن کلاغ بدشانسی می آورد و علت تصادفم دیدن آن کلاغ شوم بود. مثال 2. کمی پیش از وقوع خشکسالی‌های اخیر زنان بی‌حجاب شدند. پس بی‌حجابی علت وقوع خشکسالی است. مغالطه خلط توصیف با ترویج. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخصی به بیان یک ناهنجاری اجتماعی، اخلاقی یا سیاسی بپردازد یا یک واقعیت از ابعاد وجودی زندگی بشری را آشکار کند، اما مخالفان او را به ترویج آن ناهنجاری متهم کنند. مثال 1. فروید ترویج دهنده بی‌بندوباری جنسی در غرب است، در حالی که فروید صرفاً از نقش جنسیت در تحول شخصیتی انسان‌ها پرده برداشته است. مثال 2. در جشنواره امسال چند فیلم با موضوع خیانت همسران به نمایش درآمد. کارگردان‌های ما دارند خیانت را نهادی نمی‌کنند، در حالی که کارگردان‌ها صرفاً یک ناهنجاری اجتماعی را به صورت هنری بیان کردند. مغالطه نیت‌خوانی. نیت‌های افراد امری ذهنی و شخصی هستند. اطلاع از نیت واقعی افراد اگر نگوییم کاری محال است، اما حداقل نیاز به تحلیل‌های دقیق روانکاوانه دارد. مغالطه نیت‌خوانی زمانی رخ می‌دهد که به جای پرداختن به اصل سخن و مدعا، نیت شخص را مورد حمله قرار دهیم و با شریرانه دانستن نیت او سخنش را نادرست تلقی کنیم. شکل سوری این مغالطه چنین است: شخص A میگوید P به علاوه نیت شخص A شریرانه است، پس P کاذب است. مثال: شخص A: ما سالانه میلیاردها دلار هزینه صرف نهادهای دینی و حوزه‌های علمیه می‌کنیم، اما این نهادها به خاطر موازیکاری، نداشتن برنامه‌های دقیق و عدم تشخیص نیازهای جامعه نتوانستند موفق عمل کنند. به نظر می‌رسد ما بایستی در ساختار نهادهای دینی و حوزه‌های علمیه بازنگری کنیم. شخص B خطاب به شخص A: نیت شما از بیان این حرفها تضعیف نهادهای دینی و نهایتاً تضعیف باورهای دینی مردم است. شما می‌خواهید با اصلاح نهادهای دینی سکولاریسم را در جامعه ترویج دهید. مغالطه شوخی بی ربط. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخص الف ادعایی را مطرح می‌کند و برای ادعایش استدلال‌هایی می‌آورد، اما شخص B در عوض نقد ادعا و استدلال‌های شخص الف با مطرح کردن یک شوخی یا تکه پرانی یا مطلق انداختن اذهان مخاطبان را از مسیر بحث خارج کند و جو روانی را بدون هیچ گونه استدلالی به نفع خود تغییر دهد. مثال: شخص A: پژوهش‌های دامنه‌دار زیستشناسان تطوری نشان می‌دهد که انسان مخلوق بیواسطه خدا نیست که از بهش هبوط کرده باشد، بلکه نوعی گونه حیوانی تحول یافته است که با میمون‌ها تبار مشترکی دارد. شخص B: اگر شما می‌خواهید از نسل میمون‌ها باشید مسئله‌ای نیست، ولی ما از نسل آدم هستیم. مغالطه وضع تالی.
این مغالطه میتواند در یک گزاره شرطی رخ دهد. یک گزاره شرطی به صورت زیر است: اگر الف آنگاه ب، اگر الف را مقدم و آنگاه ب را تالی می نامد. یک گزاره شرطی اگر به صورت زیر بیاید یک استدلال معتبر است: 1. اگر الف آنگاه ب، 2. الف پس ب. برای نمونه: 1. اگر باران ببارد آنگاه زمین خیس می شود. 2. باران می بارد پس زمین خیس می شود. استدلال معتبر فوق را وضع مقدم می نامند. حال اگر کسی به جای وضع مقدم در سطر 2 به وضع تالی بپردازد دچار مغالطه شده است. یعنی اگر بگوید: 1. اگر باران ببارد زمین خیس می شود. 2. زمین خیس است پس باران باریده است. این استدلال مغالطی را وضع تالی می گویند. علت مغالطه بودن این استدلال آن است که شاید علت خیس شدن زمین بارش باران نبوده باشد، بلکه مثلا آبپاشی باغبان زمین را خیس کرده است. مثال 1. اگر حکومتی دموکراتیک باشد مردم با آن همراه خواهند شد. 2. مردم با حکومت هیتلر همراهند پس حکومت هیتلر دموکراتیک است. مثال 2. 1. اگر فیلمی حرفه‌ای و هنری باشد پرفروش خواهد بود. 2. فیلم اخراجی ها پرفروش بوده است پس فیلم اخراجی ها فیلمی هنری و حرفه‌ای است. کتاب آشنایی با انواع رایج مغالطه، بخش 5، به همت گروه خانه آتئیست‌های ایران. راوی مینا دریا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. ابتدای صفحه 50. خلط خاستگاه و اعتبار. گاهی منتقدان و مخالفان یک نظریه برای بی‌اعتبار ساختن آن نظریه سعی می‌کنند خاستگاه روانشناختی یا جامعه شناختی آن نظریه را مورد توجه قرار دهند و می‌پندارند که با نشان دادن خاستگاه نظریه اعتبار نظریه مذکور را با چالش مواجه ساختند. برای نمونه مخالفان خداباوری بیان می کنند که اعتقاد به خدا ناشی از ترس آدمی است. بشر چون می ترسد موجودی را تخیل می کند که قادر مطلق، غیر مطلق و غیره است. سپس آن موجود را واقعی می پندارد و به پرستش آن مشغول می شود. یا مخالفان نگرش‌های عرفانی بیان می‌کنند که منشأ رواج مکاتب عرفانی شکست‌های عظیم اجتماعی در ادوار تاریخی است. حمله مغول و شکست سنگین مسلمان منشأ رواج عرفان در جهان اسلام است. این سنخ از نقدها دارای یک ایراد اساسی است و آن خلط خاستگاه و اعتبار است. بررسی خاستگاه روانی پرستش خدا صرفاً نشان می‌دهد که آدمیان از لحاظ روانی میل به پرستش موجود برتر و مطلق را دارند، اما این منشأ روانی نشان نمی‌دهد که خدا وجود دارد یا وجود ندارد. کما اینکه ممکن است آدمی از لحاظ روانی میل به عشق ورزی و پرستش معشوق داشته باشد، اما این میل به عشق ورزی نشان نمی‌دهد که معشوقی فراتر از ذهن واقعا وجود دارد یا وجود ندارد. در مورد خاستگاه جامعه شناختی نیز مطلب به همین صورت است. ممکن است یک کشور پس از شکست در یک نبرد عظیم به داستان سرایی در مورد قهرمانان تاریخی خود تمایل پیدا کند، اما این تمایل اجتماعی نشان نمی‌دهد که آن قهرمانان فی الواقع وجود دارند یا خیر، و نیز نشان نمی‌دهد که آن داستان‌ها صادق است یا کاذب.
خلاصه آن که بین خاستگاه روانی و اجتماعی یک نظریه با صادق یا کاذب بودن آن نظریه تفاوت اساسی وجود دارد و نمیتوان صرفاً با نشان دادن خاستگاه روانی یا اجتماعی یک نظریه به صدق یا کذب آن نظریه حکم کرد. تحقیق صدق و کذب به روش‌های دیگری نیاز دارد. خلط امکان و وقوع. یکی از جاهایی که ذهن ممکن است خطا کند خلط بین امکان و وقوع است. برخی از مغالطه‌کاران نیز از این خلط استفاده می کنند و ذهن را به خطا می اندازند. وقتی میگوییم چیزی امکان دارد، گاه به این معناست که آن چیز مشتمل بر تناقض نیست. اما وقتی میگوییم چیزی وقوع یافته، منظورمان این است که آن چیز تحقق پیدا کرده است. اما نکته قابل تأمل در اینجاست که از امکان داشتن چیزی نمیتوان به وقوع آن چیز پل زد. برای نمونه موجودات فضایی امکان دارند، یعنی اگر موجود فضایی وجود داشته باشد امر خلاف عقلی اتفاق نیفتاده است، اما این به آن معنا نیست که حتما موجودات فضایی وجود هم دارند. وجود موجود فضایی بایستی به صورت تجربی مشاهده شود تا بتوان به وقوع آن حکم کرد. اما ذهن گهگاه وقتی به مشمول تناقض نبودن چیزی حکم کرد و آن را ممکن دانست، تمایل دارد که وجود آن چیز را مفروض بگیرد. برخی از مغالطه‌گران از این تمایل ذهنی استفاده می کنند و با تعاریف داستانها و سناریوهایی که مشمول تناقض نیست ذهن مخاطبان را به خطا می اندازند تا آنها گمان کنند که داستان اشخاص مغالطه‌گر واقعی است. برای جلوگیری از این سنخ اشتباهات بایستی پس از اینکه فهمیدم گزاره‌ای مشتمل بر تناقض نیست و اصطلاحاً امکان دارد، برای اثبات وقوع آن نیز به صورت جدا طلب دلیل کنیم. مثال 1. فراماسون‌ها در چند قرن پیش پیمان بستند که با حذف همه نشانه‌های توحیدی زمینه را برای سیطره شیطان بر روی کره زمین فراهم کنند. از آن روز به بعد فراماسون‌ها سرنوشت امور مهم جهان را به دست گرفتند. مثال 2. برخی از کشورهای غربی و سرویس‌های جاسوسی آنها با تربیت روشنفکران سعی کردند که در اذهان جوانان آن ممالک نفوذ خود را گسترش دهند و نسلی وابسته را تربیت کنند. مغالطه شخص انگاری. این مغالطه عمدتاً در 2 حالت رخ می‌دهد. 1. در حالتی که برای اشیا یا امور بیجان قائل به رفتار آگاهانه شویم و آنها را به مثابه یک فاعل آگاه در نظر آوریم. 2. در حالتی که امور وابسته به فاعل آگاه را دارای فاعلیتی جدا از آن فاعل تلقی کنیم. برای نمونه کسی که بیان می کند که تاریخ برای رسیدن به منزل نهاییش از راه‌های پرپیچ و خمی عبور می کند، دچار مغالطه شخص انگاری شده است. به این دلیل که برای تاریخ فارغ از افرادی که تاریخ را رقم میزنند قائل به فاعلیت شده است، یعنی تاریخ را به مثابه یک فرد آگاه در نظر گرفته که هدفی را دنبال می کند و برای رسیدن به آن هدف مسیرهایی را نیز طی می کند. یا کسی که بیان می کند روح تمدن غرب لجام‌گسیختگی خود را آشکار کرده و زوالی بزرگ را رقم می زند، نیز با قائل شدن به روح که صرفاً می تواند یک ویژگی فرد آگاه باشد دچار مغالطه شخص انگاری شده است. بایستی دقت کرد که تمدن فارغ از افرادی که با رفتارهای خود سرنوشت آن را رقم می زنند دارای فاعلیت جدا و آگاهانه نیست. مثال: یک نمونه مشهور از مغالطه شخص انگاری در کتاب پدیدارشناسی روح نوشته فیلسوف معروف آلمانی هگل مشاهده می شود. هگل در این کتاب به ماجرای سفرآگاهی برای رسیدن به آزادی می پردازد. هرچند هگل در این کتاب نشان می دهد که بصیرت‌های زیادی نسبت به تاریخ تحول فکر بشری دارد، اما با قائل شدن به فاعلیت برای آگاهی دچار مغالطه شخص انگاری شده است. مغالطه این که مغالطه است.
یکی از راه‌هایی که معمولاً یک طرف مناظره برای برهم زدن تمرکز طرف دیگر و نیز به منظور تحریک مخاطبان مرتکب می‌شود این است که بی آنکه طرف مقابلش دچار مغالطه شده باشد او را به مرتکب شدن مغالطه متهم کند. برای مقابله با چنین شگردی بایستی سریع از طرفی که شما را به ارتکاب مغالطه متهم کرده بخواهید که محل، نوع و شیوه مغالطه را مشخص کند و چون او بی اساس شما را متهم کرده است به راحتی می توانید دست او را رو کنید. مثال 1. شخص A: افسردگی کارمندان در کاهش بازده کاری ادارات مؤثر است. شخص B: لطفاً مغالطه نکنید. مثال 2. مجری برنامه ورزشی خطاب به مسئول لیگ: شواهد زیادی نشان می‌دهد که فساد در فوتبال ما وجود دارد. مسئول لیگ فوتبال: جناب مجری، شما همیشه برای پربیننده شدن برنامه‌هایتان مغالطه می‌کنید تا مردم را تحریک کنید. مغالطه این که چیزی نیست. یکی از شیوه‌هایی که مغالطه‌گران برای بی‌اعتبار ساختن یک نظریه یا دیدگاه جدید انجام می‌دهند، بی اهمیت نشان دادن آن است. مغالطه‌گری که می‌خواهد یک نظریه یا دیدگاه را بی اهمیت نشان دهد، سعی می‌کند به نحوی بیان کند که دیدگاه مطرح شده سطحی و فاقد ارزش است، یا حتی بیان می‌کند که این دیدگاه سالها پیش مطرح شده و همان موقع هم رد شده است. برای مقابله با این ترفند بایستی نشان داد که نظریه و دیدگاه جدید چه عناصر نوعی را مطرح می‌کند که دیدگاه پیشین فاقد آن است، یا اهمیت نظریه جدید را برای حل مسائل نوین تبیین کرد. مثال 1. شخص A یک طرفدار نجوم کوپرنیکی: نظریه خورشید مرکزی یک دیدگاه جدید است و محاسبات فلکی را ساده تر می سازد. شخص B مخالف دیدگاه کوپرنیکی: این نظریه که چیز جدیدی نیست. 3000 سال پیش نظریه آتش مرکزی توسط هیپارخوس مطرح شد و همون موقع رد شد. لطفاً با طرح دیدگاه‌های ساده و غلط وقت جامعه علمی را نگیرید. مثال 2. شخص A: امروزه دیدگاه‌های نچرالیستی در علم موفقیت بیشتری دارند. شخص B: نچرالیسم که چیزی نیست. هر کودکی که به دنیا می آید نچرالیستی فکر می کند. مهم این است که آدم از طبیعت‌گرایی عبور کند. مغالطه دلیل و مدعای بی ربط: دلیل یا دلایل مطرح شده برای یک ادعا بایستی به گونه‌ای باشند که آن مدعا را دقیقاً اثبات کنند. لذا اگر کسی دلیلی عام‌تر یا خاص‌تر از مدعا مطرح کند، دچار مغالطه دلیل و مدعای بی ربط شده است. مثال 1. من از زنان زیادی شنیدم که وقتی کتاب‌های فلسفی را می‌خوانند خسته می‌شوند. پس هیچ زنی توانایی پرداختن به تفکر فلسفی را ندارد. مثال 2. فرزند کمتر مساوی زندگی بهتر. مثال 3. رعایت قانون در رانندگی مساوی صرفه‌جویی در مصرف سوخت. مغالطه حذف شواهد: این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که در بررسی یک موضوع تعمداً یا سهواً همه ملاحظات مرتبط با موضوع را در نظر نگیریم و صرفاً پاره‌ای از دلایل و شواهد یک جانبه را به منظور تایید نظر خود بیان کنیم. مثال 1. غارتگری یعنی تصاحب اجباری اموال دیگران به نحوی که ایشان از این تصاحب اجباری ناراضی باشند و چون اخذ مالیات توسط دولت‌ها تصاحب اموال شهروندان است و شهروندان از این تصاحب ناراضی هستند، پس اخذ مالیات توسط دولت‌ها نوعی غارتگری است. مثال 2. نفوذ یعنی تسخیر ذهن‌های مردم کشورهای جهان سوم توسط غربی‌ها به منظور ایجاد نارضایتی نسبت به طبقه حاکمه و چون علوم انسانی ذهن جوانان کشورهای جهان سوم را تسخیر و آنان را نسبت به طبقه حاکمه بدبین می‌کند، پس علوم انسانی مصداق پروژه نفوذ است. مغالطه تبیین با نامگذاری:
پدیده ای را درست تبیین کردیم که بتوانیم علت آن پدیده را تشخیص دهیم. اما برخی اشخاص به جای آنکه در تبیین یک پدیده به علت رخ دادن آن پدیده اشاره کنند، سعی می کنند با نامگذاری بر روی آن پدیده چنین به ذهن مخاطب القا کنند که پدیده مذکور را تبیین کرده و بنابراین آن پدیده را فهمیدند. نامگذاری صرفاً بر روی یک پدیده نشان دهنده فهم عمیق از آن پدیده نیست. مثال 1. شخص الف: چرا رئیس جمهور با شرکت‌های خارجی قرارداد می‌بندد؟ شخص ب: چون او غربگرا است. دقت کنید که غربگرایی صرفاً یک عنوان است و علت هیچ پدیده‌ای را بیان نمی‌کند. مثال 2. پسر خانواده: چرا پدر این روزها خشمگین و ناراحت است؟ دختر خانواده: چون او دچار بحران میانسالی است. مثال 3. شخص الف: چرا آقای ایکس درباره انتخابات امروز ساکت بود؟ شخص ب: از یک مزدور چه انتظاری داری؟ مثال 4. الف: مشاهده کردید آقای ایکس در نشست امروز اشاره‌ای به شهادت حاج قاسم نکرد؟ ب: از یک وطن فروش چه توقعی دارید؟ مغالطه افتادن در سراشیبی: هر عملی ممکن است پیامدهای پیش‌بینی نشده فراوانی داشته باشد. حال اگر کسی به دلیل برخی از پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی یک عمل اصل آن عمل را مذموم بشمارد یا به خاطر اجتناب از پیامدهای آن عمل اصل عمل را بایکوت کند، دچار مغالطه افتادن در سراشیبی شده است. بایستی دقت شود که حکم یک عمل با حکم پیامدهای آن عمل یکسان نیست. می توان یک عمل را مجاز شمرد، اما برای اجتناب از پیامدهای نامناسب آن عمل تمهیداتی غیر از بایکوت کردن اصل عمل در نظر داشت. مثال 1. ما با اصل اجرای کنسرت موسیقی در شهرها مشکلی نداریم، اما چه کسی تضمین می کند برگزاری کنسرت در شهرها موجب برخی رفتارهای غیر متعارف از سوی مردم نشود؟ اصل عمل اجرای کنسرت موسیقی. یکی از پیامدهای احتمالی عمل رفتار نامتعارف از سوی برخی مردم. مثال 2. دغدغه ما ورود زنان به ورزشگاه نیست. دغدغه ما شعارهای زننده و خلاف عفتی است که توسط برخی از تماشاگرنماها سر داده می شود. آیا شما مناسب می دانید که زن و دختر خودتان در ورزشگاه این الفاظ رکیک را بشنوند؟ بهتر است زنها وارد ورزشگاه نشوند تا الفاظ رکیک تماشاگران به گوششان نخورد. اصل عمل ورود زنان به ورزشگاه. یکی از پیامدهای ممکن عمل شنیدن الفاظ رکیک از تماشاگرها. مغالطه کلیگویی بزک شده. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که نویسنده یا گوینده واژه‌های چند پهلو حامل معانی مختلف دارای بار عاطفی و خوشایند را استعمال کند تا خواننده یا شنونده بدون بررسی دقیق موضوع و تحلیل جوانب مختلف آن سخن نویسنده یا گوینده را قبول کند. سیاستمداران و تبلیغاتچی‌ها در ایام انتخابات گاهی از واژگانی کلی، مبهم و جذاب استفاده می‌کنند تا هم بتوانند افراد بیشتری را با خود همراه سازند و هم بتوانند در زمان مناسب با استفاده از تفسیرهای متفاوت از واژه‌های استعمال شده خود را از مسئولیت‌های احتمالی ناشی از شعارهای انتخاباتی تبرئه کنند. مثال 1. من در پی تحقیق عدالت برای همگانم. مثال 2. من آزادی را برای مردم کشورم می‌خواهم. مثال 3. باید دنبال یک اقتصاد درونزا باشیم. مثال 4. با احیای فرهنگ اصیل خود می توانیم همه قلل جهانی را فتح کنیم. مثال 5. برای شکوفایی اقتصادی لازم است از ظرفیت‌های داخلی بهره برداری کنیم. خارجی ها برای ما کاری نمی کنند. مثال 6. ملت ما باید در همه شؤون کشور نقش اساسی داشته باشد. مغالطه کامل دست نیافتنی.
در زندگی واقعی شرایطی که در آن بتوانیم بر اساس ایدئال‌های خود دست به انتخاب بزنیم بسیار کم پیش می‌آید. لذا در اغلب اوقات مجبوریم از میان حالات غیر ایدئال موجود موردی را برگزینیم. در این گونه موارد بایستی از بین گزینه‌های موجود غیر ایدئال حالتی را انتخاب کنیم که احیانا خیر بیشتر و یا شر کمتری در مقایسه با سایر گزینه‌ها دارد. مغالطه کامل دست نیافتنی هنگامی رخ می‌دهد که یک شخص بر اساس مفروض گرفتن یک گزینه کامل و دست نیافتنی تمام گزینه‌های موجود را بی‌اعتبار تلقی کند و از انتخابی که ضرورتاً باید انجام دهد استنکاف ورزد. مثال 1. من انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارم، زیرا هیچ یک از نامزدها دارای تمام شرایط مطلوب نیستند. مثال 2. من توافقنامه برجام را نمیپذیرم، زیرا تمام خطوط قرمز در آن رعایت نشده است. کافی بود با کمی مقاومت هم به وضع اقتصادی مطلوب دست پیدا کنیم و هم تمام دستاوردهای هسته‌ای را حفظ کنیم. مغالطه حذف یا نادیده گرفتن زمینه. مغالطه مذکور زمانی رخ می‌دهد که فرض شود چون معیار X برای قضاوت در زمینه A معیار مناسبی بوده است، پس آن معیار یعنی X برای زمینه‌های دیگری همانند B و C و D نیز می‌تواند معیار مناسبی تلقی گردد. دلیل مغالطی بودن این دست از استدلالات این است که با تغییر زمینه‌ها ممکن است معیارها نیز تغییر کنند و یک معیار واحد ممکن است برای زمینه‌های گوناگون و متنوع به نحو یکسانی مناسب نباشد. پس اگر کسی یک معیار قابل قبول در یک زمینه خاص را بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های اساسی آن زمینه با زمینه‌های دیگر به زمینه یا زمینه‌های دیگر تعمیم دهد، دچار مغالطه حذف زمینه یا نادیده گرفتن زمینه شده است. مثال 1. به گفتگوی شخص A و شخص B دقت کنید. شخص B زمینه بحث را نادیده گرفته است. شخص A: خرید و فروش مواد مخدر به دلیل ضرری که به بدن مصرف کننده میزند باید قانوناً ممنوع شود. زمینه: خرید و فروش مواد مخدر. معیار: ضرر به بدن. شخص B: خرید و فروش فست فود نیز باید همانند خرید و فروش مواد مخدر قانونا ممنوع شود، زیرا فست فود نیز به بدن مصرف کننده ضرر وارد می کند. زمینه: خرید و فروش فست فود. معیار: ضرر به بدن. مثال 2. بخشی از سخنرانی یکی از مسئولان فرهنگی کشور. همانطور که وقتی آب یک شهر آلوده می شود عقلاً مجاز هستیم که آب را بر روی مردم آن شهر ببندیم تا بیمار نشوند، به همون صورت نیز مجازیم دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را محدود کنیم تا مردم از نظر فکری و فرهنگی آلوده و بیمار نشوند. زمینه بحث اول: آلودگی آب. زمینه بحث دوم: نامناسب بودن بستر فرهنگی برخی شبکه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی. معیار: مجاز بودن پیشگیری از ضرر به عموم مردم. آیا به راستی این دو زمینه از معیار واحدی تبعیت می‌کنند؟ مغالطه از ریشه کندن درخت. ظاهراً آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی اولین کسی بود که این مغالطه را به نحوی منسجم معرفی و عنوانی زیبا برای آن انتخاب کرد. مغالطه از ریشه کندن درخت سنخی از مغالطات است که مغالطه‌گر با استناد به اینکه یک نظریه برخلاف منافع جمعیت مرجع پنداشته می شود به کاذب بودن آن نظریه حکم کند. شکل سوری مغالطه از ریشه کندن درخت چنین است: شخص پی میگوید الف به علاوه پذیرش الف برخلاف منافع ماست، پس الف گزاره یا نظریه‌ای کاذب است. افراد به صورت روانی تمایل دارند که دیدگاه‌هایی که منفعتی را از آنها سلب می‌کند دیدگاهی کاذب تلقی کنند، اما بایستی دقت کرد که منفعت داشتن یا نداشتن یک دیدگاه با صادق بودن یا نبودن آن دیدگاه دو امر متفاوت هستند. خلط این دو امر با یکدیگر می‌تواند منشأ مغالطه از ریشه کندن درخت باشد. مثال 1:
آقایان، من هشدار می‌دهم محتویات سند اخیر تمام آموزش و پرورش کشور را از دست نیروهای ما خواهد گرفت. سند اخیر یعنی اندیشه‌های اصیل و ریشه‌دار ما در آموزش و پرورش هیچ کاره باشند. این سند ننگین مشتی اباطیل است که حتی یک سخن درست در آن یافت نمی‌شود. مثال 2، گفتگوی یک طرفدار پزشکی مدرن و طب سنتی. طرفدار پزشکی مدرن: به نظر شما دیدگاه‌های ما در مورد درمان دیدگاه‌های درستی هستند؟ طرفدار طب سنتی: درست کجا بود؟ ورود پزشکی مورد نظر شما باعث تعطیلی همه عطاری‌ها و بیکاری اتباع سنتی شد که سالها از این راه امرار معاش می‌کردند. مغالطه مظلوم نمایی: این مغالطه هنگامی رخ می‌دهد که یک شخص مورد ظلم واقع شدن خود را دلیلی بر صدق سخنش تلقی کند. شکل سوری مغالطه مظلوم نمایی به صورت زیر است. شخص پی میگوید الف، به علاوه شخص پی به دلیل گفتن الف مورد ظلم واقع شده است. پس گزاره الف صادق است. بایستی دقت کرد که حمله کردن یا مورد حمله قرار گرفتن، ظالم یا مظلوم بودن را نمیتوان دلیل صدقی سخن تلقی کرد. مثال 1، یکی از نامزدهای انتخابات: شما ببینید در مناظره‌های اخیر چه حجمی از حملات به بنده وارد شد و بنده ذره‌ای دم بر نیاوردم. مگر من چه حرف حقی را زدم که آقایان این چنین به خروش آمدند؟ مثال 2، تاریخ بشر در بدری و بیخانمانی اهل هیچ دینی را به اندازه یهودیت مشاهده نکرده است. یهود قوم مظلوم تاریخ است و این دلیل محکمی بر درستی دعوت موسی است. مغالطه سنگ: این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که به جای بررسی دقیق یک نظریه و نشان دادن مواضع ضعف و قوت آن نظریه، به نحوی غیر منطقی از آن صرف نظر کرد و آن نظریه را کاذب دانست. شکل سوری مغالطه سنگ چنین است: شخص الف میگوید پی، و علاوه میتوان به طریقی پی را نادیده گرفت. پس پی کاذب است. دلیل مغالطی بودن این سنخ از استدلال این است که از نادیده گرفتن یک نظریه نمیتوان به کذب آن نظریه حکم کرد. نادیده گرفتن یک نظریه به شکل‌های مختلفی انجام میپذیرد. مثلا میتوان گفت این نظریه ضاله است یا این نظریه فراماسون هاست و غیره. اگر کسی میخواهد دچار مغالطه سنگ نشود، بایستی دقیقاً نشان دهد کدام گزاره از یک نظریه و به چه دلیل قابل پذیرش نیست و دلایل خود را به نحوی روشن برای مخاطبانش توضیح دهد. مثال 1، کتاب‌های دکتر ایکس مصداق کتاب‌های ضاله‌اند و حاوی هیچ مطالب درستی نیستند. گوینده با حکم بر ضاله بودن بدون هیچ بررسی منطقی محتویات و استدلال‌های کتاب‌های دکتر ایکس را به نحوی نادیده گرفته است. مثال 2، میگویند دکتر جانسون در رد نظریه اسقف بارکلی بودن مساویست با مدرکیت، پایش را به تکه سنگی زد و گفت این رد سخن بارکلی است. پانویس: این حکایت وجه تسمیه مغالطه سنگ است. مغالطه حق ویژه: میگویند روحانیون مسیحی از پاپ تا یک طلبه ساده در قرون وسطی دارای حق ویژه بودند، به این معنا که هرگاه تخلفی مرتکب می شدند نه در دادگاه‌های عمومی بلکه در دادگاه ویژه محاکمه می شدند. دادگاه ویژه نیز با نظر لطف از اشتباهات و خطاهای ایشان چشم می پوشید. اما اگر آن خطا را یک شخص عادی مرتکب می شد، دادگاه عمومی برای آن شخص مجازاتی به مراتب سنگین تر در نظر می گرفت. مغالطه حق ویژه زمانی رخ می دهد که یک شخص در بررسی های خود برای افراد نوعی تمایز معیار قائل شود و رفتار و گفتار افراد نزدیک به خود را با نظر لطف و مرحمت نگاه کند، اما برای افراد غیر نزدیک به خود معیارهای سختگیرانه‌ای وضع نماید. مثال: اظهار نظر یک مادر درباره شیطنت فرزند 5 ساله خودش و فرزند 5 ساله همسایه.
بچه همسایه ما خیلی بی‌ادبه. 10 دقیقه میاد اینجا کل وسایل ما رو خرد و خمیر میکنه. ولی ماشاءالله پسر من تا بخوای کنجکاو دیروز تو خونه همسایه بازی میکرد، در عرض چند دقیقه کل اسباب بازی‌های دوستش رو باز کرد ببینه چی توشه. پانویس: به قول سعدی همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. مغالطه ذهنی انگاری: این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخصی به این دلیل که چیزی را نمی‌پسندد آن چیز را نادرست یا کاذب تلقی کند. شکل سوری مغالطه ذهنی انگاری چنین است: شخص الف میگوید پی به علاوه من پی را نمی‌پسندم، پس پی کاذب است. بایستی دقت کرد که پسند یا عدم پسند ما نسبت به چیزی را نمیتوان دلیلی بر صدق و کذب یا درستی و نادرستی آن چیز قلمداد کرد. مثال 1: من به هیچ وجه نمیپسندم که اشخاص بتوانند با عمل جراحی جنسیت خود را تغییر بدهند. این دیدگاه که ممکن است هویت ذهنی فردی با هویت جنسی او منطبق نباشد، دیدگاهی کاذب و تغییر جنسیت توسط عمل جراحی نیز عملی نادرست است. مثال 2: اصلا نمیتوانم به خودم بقبولانم که ازدواج غیر از صورت رایج در جامعه ما ممکن است صورتهای دیگری هم داشته باشد. این بحث که ازدواج میتواند صورتهای متفاوتی داشته باشد یک بحث روشنفکری چندش آور و سرتاپا غلط است. خلط صدق اخلاقی با صدق منطقی: اگر انسانی آنچه را که باور دارد به زبان بیاورد و به آن عمل کند، یا بالعکس به آنچه میگوید و عمل میکند باور داشته باشد، از نظر اخلاقی انسان صادقی تلقی میگردد. به تعبیر دیگر منظور از صدق اخلاقی انطباق 3 ساحت باور، گفتار و کردار با یکدیگر است. صدق منطقی چیزی متفاوت از صدق اخلاقی است. منظور از صدق منطقی این است که یک گزاره منطبق با جهان خارج باشد. مثلا اگر کسی بگوید برف سفید است، گزاره‌ای را گفته است که از نظر منطقی گزاره‌ای صادق است، و اگر بگوید برف سیاه است، گزاره‌ای کاذب را بیان کرده است. اگر کسی صدق اخلاقی را دلیل بر صدق منطقی بگیرد، دچار خلط صدق اخلاقی با صدق منطقی شده است. شکل سوری خلط صدق اخلاقی با صدق منطقی این گونه است: شخص الف میگوید پی به علاوه شخص الف به آنچه میگوید باور دارد و به آن عمل میکند، پس گزاره پی گزاره صادقی است. واضح است که از صدق اخلاقی یک شخص یا یک گروه نمیتوان به صدق منطقی گزاره‌های بیان شده توسط آن شخص یا آن گروه استدلال کرد و این سنخ استدلال منطقاً معتبر شناخته نمی شود. مثال 1: چگونه ممکن است نظریه وحدت وجود ملا صدر اشتباه باشد؟ او حاضر شد تبعید را بپذیرد اما از عقیده‌اش دست بر ندارد. شکل سوری: ملا صدر می گوید وحدت وجود درست است. به علاوه ملا صدر حاضر شد تبعید را بپذیرد اما از عقیده‌اش دست بر ندارد. پس وحدت وجود نظریه درستی است. مثال 2: جهان روزی درستی حرفهای ما را خواهد فهمید، چرا که ما تنها قومی هستیم که حاضریم در راه عقاید خود شهید شویم. شکل سوری: ما حاضریم در راه عقیده خود شهید شویم. به علاوه عقیده ما این است که الف درست است، پس الف درست است. مغالطه جابجایی موضع نقد: فرض کنید شخص الف ادعایی را مطرح می کند که این ادعا را می توان T1 نامید و باز فرض کنید شخص ب با ادعای T1 مخالف است اما توان رد آن را ندارد. او به جای رد ادعای T1 ادعای شبیه یا نزدیک به T1 را مطرح می کند. این ادعای شبه T1 را T2 می نامیم. شخص ب به جای نقد T1 به نقد T2 می پردازد. این تغییر موضع از T1 به T2 توسط شخص ب در نقد نظر شخص الف مغالطه جابجایی موضع نقد است.
هرگاه شخصی به جای رد ادعای اصلی، ادعای شبیه یا نزدیک به آن را رد کرد و چنین وانمود کرد که ادعای اصلی را زیر سوال برده است، دچار مغالطه جابجایی موضع نقد شده است. مثال 1. شخص الف ورود دستگاه‌های نظامی به معاملات اقتصادی قدرت رقابت را از شرکت‌های خصوصی سلب می‌کند و این امر در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. شخص ب آقای الف مراقب باشد که تضعیف دستگاه نظامی کشور باعث می شود که امنیت ما به مخاطره بیفتد و دشمنان خارجی برای نفوذ به کشور خیال باطل کنند. ادعای شخص الف ورود دستگاه‌های نظامی در نهایت اقتصاد خصوصی و رقابتی را تضعیف می کند. آنچه شخص ب نقد می کند، تضعیف دستگاه‌های نظامی امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. مثال 2. شخص A سازوکارهای انتخاباتی ما سازوکارهای دموکراتیک نیستند. شخص B آقای A شما با زیر سوال بردن نظام انتخابات کشور ما را به سمت دیکتاتوری سوق می دهید. مغالطه اسکاتلندی اصیل واقعی یک مغالطه منطقی ناساختاری واژگانی و یک تلاش تک موردی برای پشتیبانی از یک ادعای نامستدل است. این مغالطه راهی برای باز تفسیر یک واژه به منظور جلوگیری از رد شدن ادعای فرد است. در این مغالطه فرد ادعایی کلی درباره یک گروه بیان می کند و وقتی مثالی نقض از میان همان گروه به او داده می شود، به جای پس گرفتن ادعای کلی خود با تغییر یک واژه گروه کلی را به گروهی مبهم می کاهد. این مغالطه نخستین بار توسط آنتونی فلو فیلسوف انگلیسی در سال 1975 مطرح شد. یک ویژگی مهم این مغلطه به کارگیری واژه‌هایی مانند واقعی، حقیقی، اصل، اصیل، راستین و مانند آنها برای کاستن از عضوهای گروه کلی است. افراد در این استدلال به دنبال چیزی واقعی و اصیل هستند و ادعا می کنند شخص یا موضوعی که درباره‌اش حرف میزنند واقعی و اصیل نیست. مثال و دلیل مغلطه بودن: 1. الف اسکاتلندی ها جنایت نمی کنند. 2. ب اما من یک اسکاتلندی را می شناسم که مرتکب جنایت شده است. 3. الف خب اسکاتلندی های واقعی جنایت نمی کنند. در این مثال آقای الف با وجود مثال نقض 2 ادعای 1 را پس نمی گیرد و در عوض با تغییر واژگان ادعای 3 را مطرح می سازد. اما گروه موسم به اسکاتلندی های واقعی یک گروه مبهم است که درباره اعضای آن بین دو طرف توافق وجود ندارد. چنین به نظر می رسد که آقای الف یک ویژگی گروه ادعایی اسکاتلندی های واقعی را این می داند که عضوهای آن جنایت نمی کنند. در این صورت جمله 3 معادل جمله زیر خواهد شد. اسکاتلندی هایی که جنایت نمی کنند جنایت نمی کنند، که بدیهی است و چیزی به دانسته ها نخواهد افزود. مغالطه استاد دبستان. نام دیگر این مغالطه پروفسورها است، زیرا این مغالطه معمولاً توسط متخصصان دانشگاهی واقع می شود. نام این مغالطه الهام گرفته از یک شعر انگلیسی است که ترجمه به نظم از عبدالحسین آذرنگ به شکل زیر است: من که استاد این دبستانم آنچه دانستنی است میدانم، هرچه در فهم من نمی آید نام دانش بر او نمی شاید. مغالطه استاد دبستان زمانی رخ می دهد که یک شخص تخصص خود در یک رشته دانشگاهی را دلیلی بر صادق بودن سخنش می داند. شکل سوری مغالطه استاد دبستان چنین است: من در رشته ام دارای تخصص هستم، به علاوه من ناظر به حیطه ام می گویم که پی. پس پی صادق است. بایستی دقت کرد که بسیاری از گزاره‌های کاذب در یک رشته توسط متخصصان آن رشته بیان شده است. لذا صرف استناد به تخصص برای اثبات صدق یا کذب یک گزاره کفایت نمی کند. متخصصان یک رشته خاص نیز بی‌نیاز از دلیل آوری نیستند و وقتی ادعایی را مطرح می کنند بایستی بگویند بر اساس کدام دلایل و شواهد به صادق بودن آن ادعا دست یافتند. مثال 1:
یکی از پزشکان سنتی معروف. من به عنوان کسی که سالها در فرانسه پزشکی اصطلاحاً مدرن خواندم، به شما میگویم که پزشکی مدرن و سازمان بهداشت جهانی ابزار دست صهیونیست هاست. مثال 2. شخص A خطاب به شخص B. نقد شما بر اندیشه های غربی بسیار احساسی و فاقد دقت های منطقی است. شخص B در پاسخ شخص A: من سالها درباره این اندیشه ها مطالعه کردم و نقدهای من به پشتوانه سالها مطالعاتم انجام گرفته. دانشجویان من نزدیک 2000 پایان نامه ارشد و دکترا در همین موضوعات نوشتند. کتاب آشنایی با انواع رایج مغالطه. بخش 6. به همت گروه خانه آتئیست های ایران. راوی مینا دریا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. ابتدای صفحه 68. مغالطه اعتراف گالیله. میگویند گالیله پس از این که تئوری خود درباره حرکت زمین را بیان کرد، کشیش‌ها او را به دادگاهی فراخواندند تا اعتراف کند که تئوریش اشتباه است. گالیله برای رها شدن از شر کشیش‌ها اقرار کرد که اشتباه کرده است و زمین حرکت نمی‌کند. فی‌الواقع کشیش‌ها چنین می‌پنداشتند که اگر گالیله را مجبور کنند به اشتباه خود اعتراف کند، می‌توان آن اعتراف را دلیلی بر کاذب بودن نظریه‌اش دانست. مغالطه اعتراف گالیله زمانی رخ می‌دهد که شخصی بخواهد از اعتراف یک نفر بر صادق بودن یا کاذب بودن یک نظریه یا یک باور نتیجه بگیرد که آن نظریه یا باور صادق یا کاذب است. اما بایستی دقت کرد که از اعتراف یک نفر بر صدق یا کذب یک نظریه یا باور منطقاً نمیتوان نتیجه گرفت که آن نظریه یا باور صادق یا کاذب است. شکل سوری مغالطه اعتراف گالیله چنین است: شخص الف در زمان T1 به نظریه P باور داشته است. به علاوه شخص الف در زمان T2 گفته که نظریه P کاذب است. پس P کاذب است. و یا شخص الف در زمان T1 به نظریه P باور نداشته است. به علاوه شخص الف در زمان T2 گفته که نظریه P صادق است. پس P صادق است. مثال 1. کسروی و دشتی ابتدا آخوند بودند و به نبوت باور داشتند، اما پس از مدتی اعتراف کردند که نبوت داستانی بشر ساخته است. عدول باورمندانی چون کسروی و دشتی از اعتقاد به نبوت نشان می‌دهد که نبوت امری باطل است. مثال 2. آلوین تافلر در کتاب موج سوم و اوسوالد اشپنگر در کتاب انحطاط غرب اعتراف کردند که تمدن غرب به زوال رسیده است. چنین اعتراف‌هایی از کسانی که خود در دامن تمدن غرب رشد کردند دلیل محکمی بر زوال تمدن غرب است. مغالطه عدم التزام. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که عدم التزام عملی یک شخص به گزاره‌ای که بیان می‌کند را دلیلی بر کذب آن گزاره تلقی کنیم. شکل سوری مغالطه عدم التزام چنین است: شخص الف میگوید P به علاوه شخص الف مطابق با P رفتار نمی کند. پس P کاذب است. دلیل مغالطی بودن این سنخ از استدلال این است که صدق یا کذب یک گزاره امری مستقل از نحوه رفتار گوینده گزاره است. مثال 1. دکتر میگوید سیگار مضر است، اما خودش مدام سیگار میکشد. ولی من معتقدم اگر سیگار واقعا مضر بود خود دکتر سیگار نمیکشید. مثال 2. دیگو مارادونا میگفت فوتبال خطرناکترین ورزش دنیاست، ولی کسی نیست به او بگوید اگر واقعا فوتبال خطرناکترین ورزش دنیاست چرا خودت بازی میکردی؟ مغالطه استدلال از راه هیاهو. مغالطه استدلال از راه هیاهو 3 طریق عمده دارد.
1. توسل به آنچه پیشینیان گفتند. 2. توسل به آنچه همگان میگویند. 3. توسل به مدهای رایج زمانه. شکل سوری 3 طریق عمده مقالطه استدلال از راه هیاهو به صورت زیر است. از قدیم گفتند که پی، پس پی درست است. همه میگویند که کیو، پس کیو درست است. بسیار رایج است که اس، پس اس درست است. مقالطی بودن استدلال فوق به وضوح آشکار است. نه توسل به آنچه پیشینیان گفتند دلیلی بر درستی یک گزاره تلقی می شود، نه آنچه همه یا اکثریت مردم می گویند یک گزاره را صادق خواهد کرد و نه پیروی از مدهای رایج زمانه دلیل متقنی بر صحت یک اندیشه یا یک راه و روش تلقی می گردد. علیرغم آنکه مقالطی بودن 3 استدلال فوق به وضوح آشکار است، اما میتوان مشاهده کرد که پیروی از سنت‌های غلط پیشینیان همرنگی با آداب و رسوم اشتباه جامعه و تبعیت از مدهای رایج زمانه زندگی بسیاری از ما را اسیر خود کرده است. مثال 1. توسل به ضرب المثل‌ها یکی از اقسام مقالطه استدلال از راه هیاهو است. مثال 2. در یک تبلیغ تلویزیونی آمده بود شما لایق بهترین ها هستید چون جدیدترین مدها را انتخاب می کنید. مقالطه تدقیق خطا. گزاره‌های علمی علل اصول گزاره‌های دقیق و حساب شده‌ای هستند که توسط روش‌های قابل اعتمادی جمع‌آوری و صورتبندی شدند. گاهی مقالطه‌گران برای اینکه وانمود کنند گزاره‌هایشان همانند گزاره‌های علمی، گزاره‌های دقیق و حساب شده‌ای هستند، سعی می‌کنند حیطه سخن خود را به نحوی دقیق نشان دهند. ترفندی رسانه‌ای که هر روز با آن مواجه هستیم. اینکه کسی سعی کند سخن نادرستی را با دقیق سازی آن درست وانمود کند، مقالطه تدقیق خطا نام دارد. مثال 1. بیش از 96% مردم امریکا از حکومت خود ناراضی هستند. پانویس: گوینده مشخص نکرده است که این آمار با چه روشی جمع‌آوری شده است. جامعه آماری چه کسانی و از چه طبقه‌ای بودند؟ سازمان پژوهش کننده چه سازمانی بوده و متعلق به چه نهادی است؟ منظور از نارضایتی دقیقاً چیست و توسط چه معیار یا شاخصی اندازه‌گیری شده است؟ منظور از حکومت دستگاه اجرایی است یا دستگاه قضایی یا دستگاه قانونگذار، هر سه و یا چیزی دیگری و غیره. مثال 2. آمارها نشان می‌دهد قریب به 32.7% مردم و زنان ایرانی توسط شبکه‌های اجتماعی اغفال شدند و به همسرانشان خیانت کردند. مقالطه تجاهر مقالطه جوهر بخشی، یعنی انسان بپندارد و یا به دیگران وانمود کند در عین اینکه می‌داند نه، که گویا به ازای هر اسمی که در زبان وجود دارد یک موجود هم در عالم هستی وجود دارد. اگر کسی به این پندار دچار شده باشد و به چنین رأیی معتقد شده باشد، دستخوش مقالطه تجاهر است. ما در حالت عادی از این مغالطات خیلی مرتکب می شویم، ولی در فهم عرفی ما خیلی مهم نیست که این کار را می کنیم یا نمی کنیم. وقتی وارد مباحث جدی فلسفی و الهیاتی و عرفانی و علمی می شویم، این مغالطه خیلی خیلی خطرناک است. چنین نیست که جهان هستی آماده باشد که شما در زبان یک نام درست یا جعل یا خلق کنید و او هم فوری موجودی بسازد که این نام بشود نام آن موجود. مثال 1. شما گاهی جوری حرف میزنید که گویا چیزهایی که فقط لغتشان در زبانتان هست واقعا وجود دارند. مثال 2. مثلا میگویید از این کاری که فلان کس کرد دلم شکست. انگار چیزی در شما وجود دارد به نام دل و اتفاقا از موجودهای شکستنی هم هست. بعد ممکن است بگویید جگرم سوخت. انگار چیزی در شما وجود دارد به نام جگر که آن میسوزد. بله، جگر یا قلب به عنوان یک عضو در بدن وجود دارند ولی سوختنی و شکستنی نیستند. یا میگویید اعصابم را خرد کردی.
عصبی هست که زیست شناسان برای ما قائلند، ولی آن عصب خرد شدنی نیست. ما خودمان تصور می‌کنیم که موجودی در ما هست. مغالطه جوهر. در هر زبانی شخص تصور کند به ازای هر نام یا اسم حتما مسمایی یا موجودی دارای آن نام در جهان هستی وجود دارد و اگر آن را نیافتیم حتما در ساحتی هستی دارد که ما از آن خبر نداریم. این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که ما موجودات جهان را مانند انسان شخص بدانیم و گمان کنیم که ویژگی‌های انسانی دارند. شخصی سازی یا تجسم شخصیت متاسفانه در علوم هم وجود دارد. پزشک میگوید مغز به اعصاب فرمان می‌دهد. مثل یک شخص مغز قدرت فرمان دادن دارد. گلوبول‌های سفید به گلوبول‌های قرمز حمله کردند. الان بدن شما در حالت دفاع در برابر باکتری یا ویروس است. اینها افسانه است. در ادبیات عرفانی و دینی می‌بینیم عقل با عشق در افتاد. بالاخره عشق بر عقل غلبه کرد. انگار موجوداتی به نام عقل و عشق در ما با هم مناظره می‌کنند و برای آنها تشخیص قائلیم. در کل اوصاف انسانی را به موجودات غیر انسانی نسبت دادن. اکسیژن و هیدروژن میل ترکیبی دارند. طلا میل ترکیب با اکسیژن ندارد. اگر یک دانشجوی دبیرستانی اینها را جدی بگیرد دچار مشکلات فراوانی می شود. اینها انسان نیستند که میل داشته باشند. این بیان دیگری است که اگر اکسیژن و هیدروژن در شرایط قرار بگیرند می توانند با هم ترکیب شوند و آب تولید کنند. می شود واژه میل را به کار نبرد. فرمان نیاز به زبان و قدرت فرمان دارد. میگوییم مغز به اعصاب فرمان داد. علوم در بسیاری از موارد به وسیله این نوع تعابیر دستخوش رکوردهایی شدند. تا 45 سال پیش که من مدرسه می رفتم می گفتیم اشیا همدیگر را جذب می کنند. اجسام جاذبه، گرایش یا دافع دور شدن دارند. الان میگویند اشیا نسبت به هم گرانش دارند. موجودی میلدار، نیروی سنگینی و فرو افتادگی. جذب و دفع کار انسان است. اگر روزی بشود میل ترکیبی را با بیان دیگری گفت بهتر است. شیمیدان این را میفهمد ولی بچه دبیرستانی نمیفهمد. موجودی میل دارد که سیستم عصبی، علم، اراده، درد و رنج داشته باشد. در زبان عرفان و دین و مذهب این گونه تشخیص‌ها خیلی وجود دارد. جوری سخن گفته می شود که گویا اینها یک موجوداتی هستند. عرفا این جمله را به پیامبر نسبت دادند. اول ما خلق الله العقل. اول چیزی که خدا آفرید عقل بود. ثم قال له اقبل فاقبل و قال له ادبر فادبر. به عقل گفت بیا جلو، آمد و گفت برو عقب، رفت. به زبان امروزی می‌خواهد بگوید عقل تابع خداست. حکم عقل نمیتواند با حکم خدا مخالفت داشته باشد. عقل که انسان نیست که به او فرمان دهند و نسبت فرمان برداری یا نافرمان برداری به آن داد. اینها مغالطه هایی است که در زبان صورت میگیرد. کسی که مطلب را میگوید ممکن است حق مطلبش درست باشد، اما اگر ما به این الفاظ چشم بدوزیم و خیره شویم به اشتباه میافتیم. بودا میگفت بچه کوچک شب مهتابی به پدرش میگوید بابا ماه کو؟ پدر انگشتش را در آسمان به طرف ماه اشاره می کند. بچه به انگشت بابا نگاه می کند و فکر می کند که این انگشت ماه است. پدر درست می گوید که ماه آن است، ولی به شرط این که در انگشت خیره نشوید. مثال، آیا واقعاً 4 موجود در عالم وجود دارند که اینها کارکرد فونکسیون، فانکشن و شأنشان فریب دادن انسان هاست که نامهای آنها ابلیس و دنیا و نفس و هوی است؟ یا اینکه میخواهند بگویند شما آدمیان از نواحی مختلفی ممکن است کلاه سرتان برود، ممکن است غفلت‌هایی داشته باشید، به خطاها و توهماتی دچار شوید و بعد گفتند اینها 4 موجودند. در باب هر یک از این 4 میتوان به جد این سوال را پرسید و جواب داد. مغالطه تعمیم شتاب زده. در منطق مغالطه‌ای به نام تعمیم شتاب زده وجود دارد. با مثالی تعمیم شتاب زده را توضیح می دهم. مثال:
ما یک اصفهانی را می‌بینیم که نان خشک و ممسک است و اصفهانی دوم و سوم نیز همین گونه هستند. سپس به این نتیجه می‌رسیم که همه اصفهانی‌ها نان خشک و ممسک هستند. به این نتیجه گیری تعمیم شتاب زده می‌گویند. تعمیم شتاب زده یعنی تعداد افرادی که بر آنها حکم می‌کنیم از تعداد افرادی که آنها را آزموده‌ایم بیشتر است. هر وقت تعداد افرادی که من در مورد آنها حکم می‌کنم از تعداد افرادی که آزمایششان کردم بیشتر شد، میگویند تو تعمیم داده‌ای ولی شتاب زده. تعمیم شتاب زده یک مغالطه معروف منطقی است. ما وقتی که منطق می‌خوانیم فوری میگوییم بله این مغالطه است، ولی نمی‌دانیم که اکثر اوقات زندگی ما از همین تعمیم‌های شتاب زده تأثیر می‌گیرد. یک زمان شما در زندگیتان خرد می‌شوید و کارتان به آسایشگاه روانی کشیده می‌شود. من به شما رجوع میکنم و میگویم رفیق من چگونه شد که یک بار این گونه شدی؟ میگوید یک دوست 25 ساله که شب و روز و سفر و خورد و خلوت و جلوت ما با هم بود در فلان قضیه به من خیانت کرد. این به شما شوک وارد می کند و زندگیتان را تخریب می کند. آن وقت من به شما می گویم که کجا اثبات شده بود که هیچ دوستی به دوست خودش خیانت نمی کند؟ چرا شما دچار چنین شوکی شده اید؟ به دلیل اینکه یک تعمیم شتاب زده در زندگیتان اصل قرار داده بودید که هیچ دوستی به دوست خودش خیانت نمی کند. ناگهان دیدید که دوستی به شما خیانت کرد و شوکه شدید. اما این در جایی از جامعه شناسی و روانشناسی اثبات شده که امکان ندارد که دوستی به دوستی خیانت کند؟ اثبات نشده است. پس انتظارتان را به این حد تقلیل دهید که هر دوستی ممکن است روزی به دوست خودش خیانت کند، یا اینکه میگویید من امروز شوکه شدم، کسی که من دشمن خونی او بودم امروز به من کمک کرده و گفته حواست باشد که دشمنان میخواهند با تو این کار را بکنند. هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که هیچ وقت هیچ دشمنی به حال آدم شفقت ندارد. ما از این تعمیم‌های شتاب زده فراوان داریم و اینها زندگی ما را خراب می‌کنند. بسیارند آدم‌هایی که در تجارت برشکست شدند و به قاعده تعمیم شتاب زده مبتلا بودند که شریک آدم به آدم خیانت نمی‌کند. مغالطه عدول از تعریف یا عقب نشینی تعریفی. مغالطه عدول از تعریف این است که آدم بیاید بر اساس یک معنایی که لفظی دارد یک ادعایی بکند، بعد که ادعایش مشکل پیدا کرد بیاید معنی را یک مقدار مضیق بکند، مضیق‌تر از معنای اولیش. مثلا فرض کنید کسی به کسی بگوید که علی، حسن و حسین اصلا خارج از کشور مسافرت نکردند، بعد بگوییم اینها دیروز از کویت آمدند، طرف بگوید کویت هم مگر خارج از کشور است؟ اینکه وقتی کسی میگوید خارج از کشور دیگر واقعا مراد خارج از کشور است، ولو اینکه به افغانستان و پاکستان برود، فرق نمی کند سوئیس برود یا پاکستان برود. این مغالطه اتفاقا در فلسفه دین فراوان محل بحث است و متدینان دائما متهم می شوند که مرتکب مغالطه عدول از تعریف یا عقب نشینی تعریفی می شوند. آغازش هم اینجاست که در سال 1948 3 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه آکسفورد انگلستان یک مناظره ای را برگزار کردند. هر سه تا الان معروفند. آن وقت به این درجه از معروفیت نبودند. یکی آقای آنتونی فلو که به عنوان یک فیلسوف دین معروف است که دوستان میشناسند و ملحد هم هست. یکی هم آقای هر بیشتر به عنوان فیلسوف اخلاق الان معروف است و یکی هم به اسم آقای میچل که ایشان باز به عنوان فیلسوف اخلاق الان معروف است. هر سه فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد انگلستان هستند و دوتای آخر هنوز هم استاد دانشگاه آکسفوردند و اولی آنتونی فلو ساکن کانادا است و از بزرگترین فیلسوفان جهان به حساب می آید و استاد در کانادا است. در سال 1948 این 3 نفر یک مناظره‌ای را در باب وجود خدا، در باب اینکه خدا وجود دارد یا نه برگزار کردند. آنتونی فلو ملحد بود و منکر وجود خدا بود، ولی هر و میچل طرفدار وجود خدا بودند. اولین بار در این مناظره آنتونی فلو عقب نشینی تعریفی را در فلسفه دین طرح کرد و می‌خواست بگوید که فیلسوفان الهی عقب نشینی می‌کنند. در آنجا آنتونی فلو میگوید مغالطه
مقالطه عقب نشینی تعریفی از لحاظ متدین اینجور است که متدینان میگویند خدا مهربان است و یکی از صفات خدا را مهربانی خدا می‌دانند و مهربانی را همان حالتی که پدر نسبت به فرزندان خودش دارد و یا مادر نسبت به فرزندان خودش دارد اراده می‌کردند و بعد می‌بینیم بندگان خدا بر اثر جنگ، سرطان و غیره از بین می‌روند. آن وقت میاییم سراغ متدین و میگوییم تو که میگفتی خدا مهربان است، این چه مهربانی است که بندگان خودش را که به نظر تو مهربان است نسبت به آنها به ایشان یک چنین رفتار عنیفی را اجازه می‌دهد که انجام بگیرد. آن وقت میگویند مهربانی خدا کاری با خواسته ندارد، با مصلحت سر و کار دارد. خدا مهربانیش مثل پدر و مادر نیست که خواسته های بچه ها را در نظر بگیرد، بلکه خدا مصلحت را در نظر میگیرد. بعد یک کمی قانع میشویم، برمیگردیم در زندگی میبینیم این بیچاره‌ای که زیر شکنجه بوده تا آخر عمرش هم که زیر شکنجه مرد مصلحتی آیدش نبود. بعد میگوییم این مصلحت را میگفتی؟ میگوید مصلحت دنیوی مراد نبود، مصلحت اخروی را در نظر بگیریم. آنتونی فلو میگفت اینها عقب نشینی تعریفی است، یعنی روز اول دل ما رو خوش کردید که خدا مهربان است به مهربانی پدر و مادر نسبت به فرزندان، اما یواش یواش مضیق شد. ایشان میگوید اگر روی متدینان فشار بیاوری، به تعبیر خودش، اینقدر این مفاهیم را به ناچار مضیقش میکنند که اصلاً تهی از معنی میشوند. به همین ترتیب ایشان در باب عدالت الهی هم همین را میگوید. بعد هر یک دفاعی کرده از اینکه این عقب نشینی تعریفی نیست و سپس میچل یک دفاع بهتری کرده که کار به آن مباحثش ندارم. این عقب نشینی تعریفی خیلی رخ میدهد، مخصوصا در کار سیاستمداران. یک وعده ای اول میدهند، بعد یک کلمه آن وعده عمل نمی شود. یک کلمه آن وعده را یک جوری معنی می کنند که مثلا در آخر 10 سال آینده رفاه عمومی تحقیق پیدا خواهد کرد. بعد از 10 سال رفاه عمومی حاصل نمی آید. آن وقت میزان صادرات کشور را نشان می دهند و می گویند 27 برابر شده، در حالی که میزان صادرات کشور ربطی به رفاه عمومی ندارد. میزان صادرات را با میزان واردات باید در نظر گرفت و هم باید با توزیع مقایسه کرد و غیره. مغالطه تسری دادن حکم اجزا به کل. کاپیلستون میگوید تک تک موجودات هستی نیازمند علتند. موجودات هستی مکمل الوجودند، پس نیازمند به علتند و وقتی یک موجودات هستی نیازمند علتند، پس جهان هستی نیازمند علت خواهد بود. راسل میگوید شما مغالطه تسلی دادن حکم اجزا به کل را منجر شده اید. راسل در ادامه میگوید من هیچ بعید نمی بینم که تک تک اجزای جهان هستی ممکن الوجود باشند و بنابراین نیازمند به علت، ولی کل مجموعه نیازمند به علت نباشد. اول اثبات بکنید که حکم را می شود از تک تک اجزا به کل سرایت داد. بعد مثال می زند، می گوید اگر بخواهید نمونه‌ای برای شما بیاورم. حرف شما مثل این است که یک کسی بگوید هر انسانی در عالم مادر دارد، پس نژاد بشر هم یک مادر دارد. بعد بخواهد دنبال مادر نژاد بشر بگردد. درست است که هر انسانی یکان اگر بخواهیم در نظر بگیریم دارای مادر است، ولی نمی شود گفت که نوع انسان هم دارای مادر است، یک مادر گنده. پس تک تک انسان‌های روی زمین دارای مادرند، ولی نژاد بشر دیگر دارای مادر نیست. ممکن است کسی در جواب مثال راسل بگوید نه، این مثال شما مثالی از هویت انتزاعی است، چون کل نژاد بشر هیچ وقت در آن واحد تحقق ندارد. بعضی از اجزایش میآیند به شرط اینکه بعضی از اجزای دیگر قبلا از بین رفته باشند. حالا اگر راسل بگوید من مثالی میزنم از مقوله انضمامی که مثل نژاد بشر نباشد که هویتش واقعا انتزاعی است. مثلا ایشان اینجور میگویند. البته این مثال را خود راسل نزده. پل ادواردز استدلالی دارد در جواب کاپلستون و به سود راسل که میگوید من عیب سخن راسل را برطرف میکنم. اگر شما میگویید مثالتان دارای هویت انتزاعی است، من مثالی میزنم از هویت انضمامی، ولی میبینید که آن را هم نمیشود گفت. میگوید
یک جنگل را در نظر بگیرید. این جنگل هویتش انضمامی است چون تمامی اجزایش در یک زمان اجتماع دارند. حالا هر درختی در این جنگل دارای ریشه است. آیا می شود گفت جنگل هم یک ریشه دارد؟ نه. با اینکه هویت انضمامی است، می شود به هر درختی در جنگل اشاره کرد که این درخت دارای ریشه است. آن درخت دارای ریشه است. ولی بعد نمی شود نتیجه گرفت که جنگل هم دارای ریشه است. پل ادواردز با این مثال نشان می دهد که اصلا مدعای مذهبیون درست نیست و نشان می دهد برای اینکه وصف تک تک اجزا را به کل بخواهیم نسبت دهیم صرف هویت انضمامی کفایت نمی کند، چون ما الان با یک چیزی که دارای هویت انضمامی است روبرو هستیم. یعنی جنگل با اینکه تک تک اجزاش دارای ریشه هستند اما جنگل دارای ریشه نیست. تک تک اعضا دارای ساقند ولی جنگل دارای ساقه نیست. بنابراین هویت انضمامی شرط لازم است نه شرط کافی. مغالطه تکیه کلام یا لحن کلام. مغالطه تکیه کلام یا لحن کلام این است که انسان یک جمله ای را با تکیه کلام بگوید، بعد وقتی مواجه شد با اعتراض یا اشکال یا اصلا مواجه شد به اینکه جمله‌اش غلط بوده، همان جمله را تکرار کند و بگوید من این را گفتم، ولی لحن کلام را ببرد روی عنصر دیگرش. یکی از منطقیون غربی یک مثال جالبی زده است. او میگوید یک بچه‌ای به برادرش میگوید که بیا یک تکه آجر به شیشه پنجره همسایه پرتاب کنیم. برادر میگوید مگر مادر نگفت سنگ پرتاب نکنید؟ او میگوید مادر گفت سنگ پرتاب نکن ولی تکه آجر اشکالی ندارد. برادر میگوید میدونی آن وقت چه میشود؟ میگوید نه. میگوید مادر گفت دست روی ما بلند نمی کند ولی اگر این رو به او گفتیم پا روی ما بلند می کند و لگدکاری من می کند. یا مثلا گفتند که در حدیثی از رسول اکرم آمده بود سنی ها نقل می کنند هیچ کس خون خلفای مرا بر زمینی نمی ریزد الا اینکه از بهشت دور است. میگویند خواجه نصیرالدین طوسی وقتی که با هولاکو وارد بغداد شد و آخرین خلیفه عباسی را برکنار کردند، هولاکو میخواست او را بکشد. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، البته طبق نقل عرض میکنم، حواسش بر این بود که ممکن است بعدها برایشان دشواری درست بشود و بگویند شما خون خلیفه رسول الله را بر زمین ریخته. فلذا گفت او را در نمد بپیچید و آنقدر بمالیدش تا بمیرد. خونش را که بر زمین نریخته ایم. مثل این که تأکید روی ریخته شدن خون بر زمین باشد. این هم نوعی مغالطه است. البته بنا به نقل تاریخ دارم عرض میکنم. یا مثلا هیتلر اوایل روی کار آمدنش گفته بود اگر من روی کار بیایم کاری نمی کنم که خونی از بینی کسی بیاید. آن وقت میگویند بعدها هیتلر گفته بود هیچ وقت شکنجه‌ای نکنید که از بینی کسی خون بیاید. دستش را قطع کنید، پایش را قطع کنید، هر کاری میخواهید بکنید ولی کاری کنید که از بینی کسی خون نیاید، چون من به ملت شریف آلمان قول دادم. مغالطه کمال ناممکن. توضیح با مثال. اگر من ناراحتی قلبی داشته باشم و علاوه به آن همه داروهایی را که آزموده ایم ناراحتی مرا مرتفع نکرده باشد، حالا یک دارویی پیدا شده که ناراحتی قلبی مرا خوب می کند. اگر شما استدلال کردید که این دارو را نخور زیرا با اینکه ناراحتی قلبی تو را رفع می کند ولی برای معده‌ات ضرر دارد، این استدلال شما مغالطه است. زیرا اگر دوایی هست که هم قلب مرا شفا می دهد و هم برای معده‌ام عارضه‌ای ندارد، در این صورت تو حق داری به من بگویی این دارویی که در اختیارت هست را مصرف نکن. اما وقتی چنین دارویی نیست، این دارو را باید مصرف کنم. اگر دنبال آن دوا بروم، دنبال کمال ناممکن رفتم و هر که دنبال کمال ناممکن رفت، از کمالهای کوچکتر ممکن خودش را محروم کرده است. این شبیه کاری است که ما در نظریات می‌کنیم. معرفت شناسان جدید میگویند در عالم علم قضیه از این قرار است که اگر شما بخواهید به دنبال نظریه‌ای بروید که هیچ عیب و ایرادی نداشته باشد تا ابدالابد باید دست روی دست بگذارید و لذا در هر مقطعی این را در نظر بگیرید که در میان نظریات رقیب بهترین نظر را برگزینید.
در باب زمان 4 تصور و 14 نظریه وجود دارد. امروزه در فیزیک کدام نظریه را می‌پذیرند؟ آنکه عیوبش از همه کمتر است. احسن الموجودین فقط به کمیت عیوبش نیست، بلکه به کیفیت عیوبش هم بستگی دارد. ممکن است بر یک نظریه‌ای 2 عیب وارد باشد، ولی راجح باشد بر نظریه‌ای که عیب بدان وارد است، چون آن یک عیب خیلی عظیم است ولی آن 2 عیب کوچک هستند. هیچ وقت دکه خود را به خاطر سوپرمارکت نبندید. گاهی به آدم میگویند وقتی ملا صدرا، کانت، هگل هست تو چه میگویی؟ این مطلب به خود شما که لطمه میزند هیچ، به استفاده هم که اجتماع از افکار شما میکند نیز لطمه میزند. عظمت این بزرگان قبول، ولی این بدین معناست که اینها یک سوپرمارکتی دارند که همه چیز در آن به مرغوب ترین وجه پیدا می شود و به ارزان ترین قیمت پیدا می شود. ولی چه اشکال دارد که دکه ها هم باز بماند؟ شاید یک مشتری توی سوپرمارکت رفت و چیزی خواست که این سوپرمارکت نداشت، ولی ما داشتیم. هر فکری که به نظرتان می آید نگویید که چون خلاف سخن کانت است معلوم می شود که یک خللی در آن هست و همیشه توجه کنید که اولین بار که یک نظریه عرضه شده اولین بار بوده که عرضه شده. این معنایش این است که هر نظریه مهمی هم بار اول عرضه شده، یعنی قبلش به ذهن کسی خطور نکرده بود. شاید نظریه ما هم نظریه‌ای باشد که هرچند اولین بار است که عرضه می شود ولی راهگشا باشد. آرتور کوستلر در کتاب خوابگردها میگوید که کسانی که اولین نظریات مهم را ابداع کردند خودشان از عظمت نظریاتشان آگاه نبودند و لذا علما و دانشمندان را مثل خوابگردها می‌دانند. خوابگرد یک کارهایی می‌کند که خودش از آنها بیخبر است و این علما و دانشمندان هم خبر ندارند که نظریهشان چه انفجاری در عالم علم و معرفت ایجاد خواهد کرد. شاید این نظریه ما هم همین جور باشد. مضافاً بر این نکته که خیلی از سوپرمارکت ها اول دکه بوده است. ملا صدرا می‌فرماید کارم به جایی کشیده است که در کوچه پس کوچه های اصفهان از حول جانم نعش خود را از این کوچه به آن کوچه می‌کشم، چون از جلوی هر مکتبی که رد می‌شوم استاد مکتب به بچه‌ها می‌گوید برای رضای خدا او را بزنید و بچه‌ها هم مثل این که دنبال دیوانه افتاده باشند دنبال من می‌دوند. همان صدرایی که الان افتخار استادان حوزه و دانشگاه است، یعنی آدمی که آنقدر افکارش مبغوض بوده الان افتخار رجلی مثل جوادی آملی است که بهترین شارح نظرات ایشان است. حجاب معاصرت واقعا وجود دارد. شما توجه کنید که هم عصر بودن هم عصران را از یکدیگر محجوب می کند، می پوشاند. وقتی ما همزمانیم بزرگ شدن شما مرا کوچک می کند و لذا نمی گذارم شما زیاد بزرگ شوید. اما وقتی شما از دنیا رفتید اشکالی ندارد. حتی ممکن است من از راه شرح نظریات شما بزرگ شوم، لذا ترویج نظریات شما را هم می کنم. کانت می گفت جرأت دانستن داشته باش. بنده فراتر از ایشان چنین می گویم جرأت انتقال دانسته هایت را هم داشته باش. مغالطه استدلال از راه برتر دانستن ثروت. در مغالطه استدلال از راه برتر دانستن ثروت، فرد ادعا کننده ثروت را دلیلی بر درست بودن ادعایش می‌داند. در این مغالطه ثروت باعث برتری در منطق است. مثال 1: اگر آقای الف باهوش بود حتما مانند آقای ب فردی ثروتمند می‌شد. مثال 2: آقای ب بسیار ثروتمند است، حتما صحبت‌هایش صحیح و مفید خواهد بود. مغالطه استدلال از راه برتر دانستن فقر. مغالطه استدلال از راه برتر دانستن فقر به جای بررسی صحت ادعای شخص به نداری وی بسنده می کند. این مورد معمولاً با این پیش‌فرض همراه است که فقر و تنگدستی نشانه های برحق بودن شخص بوده و در نتیجه شخص فقیر کاملاً برحق و ادعایش هم صحیح است. مثال 1: فرد الف انسانی مردم آزار نیست چون زندگی ساده و محقری دارد. مثال 2: ایشان واقعا رهبر خوبی برای ما هستند، ببینید چه خانه محقری دارند. مغالطه تمثیل.
سرایت حکم یک امر به امری دیگر بدون آنکه شباهت کاملی میان آن دو امر باشد را مغالطه تمثیل میگوییم. مثال: شخص الف: معذرت میخواهم که شیشه منزلتان را شکستم. شخص ب: پس من هم سر شما را میشکنم و عذرخواهی میکنم. مغالطه توسل به سنن و رسومات. توسل به سنن و رسومات مغالطه‌ای است که قدمت را دلیلی بر صحت ادعا می‌داند، با این فرض که حتما این عمل یا ادعا صحیح بوده که از زمان قدیم صورت می‌گرفته و تا امروز ماندگار مانده است. مثال 1: مردم این شهر قرن‌هاست با هیزم خانه خود را گرم می‌کنند. بیخردی است اگر اکنون بخواهند با بخاری گازی اصالت خود را تغییر داده و زیر سوال ببرند. مثال 2: خانواده ما سالهاست این عمل را انجام می‌دهند. یعنی خانواده من در این سالها اشتباه می‌کرده؟ مغالطه توسل به میانه روی. فرد مغالطه‌گر در این مغالطه حد وسط میان دو گزاره را بدون در نظر گرفتن صدق و کذب آنها درست می‌پندارد. مثال 1: شخص الف: قیمت این سیب 3 تومان است. شخص ب: من برای این سیب تنها 1 تومان پرداخت می‌کنم. شخص الف: نه حرف من و نه حرف تو 2 تومان عادلانه است. مغالطه سوگیری بازماندگی. سوگیری بازماندگی چیست؟ سوگیری بازماندگی یک خطا در استدلال است و زمانی پیش می آید که تنها بر روی افراد یا چیزهایی که از یک فرایند انتخاب گذشتند تمرکز کنید و آنهایی را که نتوانستند عبور کنند عمدتاً به این خاطر که دیگر قابل مشاهده نیستند نادیده بگیرید. به عنوان نمونه، فردی بر اساس تعداد محدودی از دانش آموختگان یک دبیرستان که توانستند در دانشگاه‌های خوب قبول شوند، نتیجه بگیرد که آن دبیرستان خدمات آموزشی برتری ارائه می‌دهد. این ممکن است درست باشد، ولی بدون در نظر گرفتن وضعیت قبولی سایر دانش آموختگان آن دبیرستان نمی‌توان چنین استدلالی کرد. به عنوان مثال دیگر، ساختمان‌های با ساخت مستحکم، معماری زیبا، کاربری خوب و نگهداری مناسب در چندین نسل دوام می‌آورند و باقی می‌مانند. افراد ممکن است تنها با مقایسه ساختمان‌های قدیمی باقی مانده با ساختمان‌های امروزی اینطور نتیجه بگیرند که در گذشته ساختمان‌های بهتری ساخته می‌شده است، اما آنان هزاران بنای دیگر را که در گذشته خوب ساخته نشدند و در طول زمان از بین رفتند و دیگر قابل مشاهده نیستند در نتیجه گیری خود لحاظ نمی کنند. این سوگیری می تواند برای آثار هنری برجسته گذشته که در طول زمان از رقابت سربلند بیرون آمدند و مقایسه آن با آثار هنری معاصر مصداق پیدا کند. یکی از دلایل وجود حس نوستالژی نسبت به گذشته این نوع مقایسه هاست. رازهای موفقیت. این روزها کتاب‌های رازهای موفقیت که در آن به عوامل موفقیت کارآفرینان و یا سازمان‌های برتر پرداختند طرفداران زیادی دارند. یکی از این نمونه‌ها کتاب از خوب به عالی اثر جیم کالینز است که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های منتشر شده در حوزه مدیریت هم هست. او 11 شرکت را از بین 1435 شرکت که توانستند در 40 سال گذشته در بازار سهام عملکرد بهتری از متوسط بازار نشان دهند انتخاب کرده و سپس به دنبال ویژگی‌های مشترکی گشته که به باور او این شرکت‌ها را موفق کرده است. اما مشکل این است که رویکرد گذشته نگر مطالعه کالینز را در معرض سوگیری بازماندگی قرار می‌دهد. کالینز باید با فهرستی از شرکت‌ها در ابتدای دوره زمانی مطالعه شروع می‌کرد و معیارهای پذیرفتنی را برای انتخاب 11 شرکت برتر انتخاب می‌کرد. این معیارها باید به شکل عینی و بی‌طرفانه بدون در نظر گرفتن اینکه این شرکت‌ها در طول 40 سال بعد چطور عمل می‌کنند اعمال می‌شد. این معنی دار نیست که پس از اینکه ببینید کدام یک از شرکت‌ها در این مدت خوب عمل کردند پیش بینی کنید کدام شرکت‌ها در این مدت خوب عمل خواهند کرد. این پیش بینی نیست، بیان تاریخ است. در واقع سوال را اینطور طرح کنید: این احتمال چقدر است که شما تنها در اثر تصادف 11 شرکت را پیدا کنید که ویژگی‌های مشترکی از خود نشان می‌دهند؟
کالینز در کتاب خود پاسخ می‌دهد که این احتمال 1 در 17 میلیون است، اما جواب درست 100% است. فرض کنید فردی برای شماره گذاری خودروی خود مراجعه می‌کند و پلاک 33333 را دریافت می‌کند. احتمال دریافت چنین پلاکی چیزی در حدود 1 در 2 میلیون است. اگر من قبل از دریافت این پلاک پیش بینی می کردم که او می تواند این پلاک را دریافت کند، فوق‌العاده بود. ولی وقتی او پلاک را دریافت کرد، احتمالش 100% است. وقتی شما با رویکرد گذشته‌نگر به هر گروهی از شرکت‌ها نگاه کنید، همیشه یک سری ویژگی مشترک می‌توانید پیدا کنید. برای مثال در لیست بالا همه شرکت‌ها در اسم خود حرف آی یا آر را دارا هستند. آیا می‌توان گفت وجود این دو حرف در اسم شرکت‌ها باعث موفقیت آنان شده است؟ البته که نه. پس از انتشار کتاب با مطالعه سهام این شرکت‌ها بین سالهای 2001 تا 2012 مشخص شد 6 تا از 11 شرکت بالا عملکرد مالی پایین‌تر از متوسط بازار داشتند. این نشان می‌دهد چرا رویکرد گذشته‌نگر به طور سامانمند غلط است. پیام این بحث برای مدیران چیست؟ این مثال‌ها روشن می‌کند که برای نتیجه گیری نیاز دارید تا به همه نمونه‌ها توجه کنید، حتی نمونه‌هایی که بلافاصله نمی‌توانید آنها را مشاهده کنید. همینطور روشن می‌کند یادگیری از شکست‌ها همواره فرایند ساده‌ای نیست. یادگیری نیازمند مشاهده و بررسی دقیق و فراتر رفتن از فرضیات سطحی است. وقتی تنها به نمونه‌های موفق نگاه می‌کنید، ممکن است از رفتارها و اشتباهات مهلکی که نمونه‌های ناموفق به آن دچار شدند غفلت کنید. شاید به همین دلیل است وقتی از آنها حکیم پرسیدند ادب از که آموختی، پاسخ داد از بی‌ادبان. کتاب آشنایی با انواع رایج مغالطه، بخش 7، ابتدای صفحه 84، به همت گروه خانه آتئیست‌های ایران، راوی مینا دریا، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. مغالطه اختلاط همبستگی با رابطه علی. چرا مدیران باید تفاوت بین همبستگی و رابطه علی را بدانند؟ شاید بتوان گفت مدیریت یعنی ایجاد تغییر در چیزهایی که تحت کنترل است به منظور آنکه روی چیزهای دیگر که تحت کنترل نیست اثر گذاشت تا به نتیجه دلخواه رسید. برای مثال یک مدیر دستمزد سال آتی کارمند خود را افزایش می‌دهد، آنچه تحت کنترل است، تا انگیزه او را برای کار کردن بیشتر کند. نتیجه دلخواه. پس نکته مهم آن می شود که یک مدیر بتواند علت پدیده ها را درست تشخیص دهد. اما مثال های زیادی وجود دارد که افراد روابطی بین پدیده ها فرض کردند که وجود خارجی نداشته است. یکی از دلایل مهم بروز این مسئله را باید در عدم درک صحیح تفاوت بین همبستگی و رابطه علی جست. همبستگی نشان می‌دهد که افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگری همراه است. مثلا بین سیگار کشیدن و مصرف نوشیدنی‌های الکلی همبستگی وجود دارد، ولی سیگار کشیدن عامل اعتیاد به الکل نیست، در حالی که سیگار کشیدن یکی از عوامل اصلی ابتلا به سرطان ریه است. عدم درک تفاوت این دو مفهوم میتواند به نتیجه گیری های گمراه کننده منجر شود. در این مقاله مثال های متنوعی از دنیای واقعی میزنم تا این مطلب روشن شود. مثال یک مطالعه پزشکی در مجارستان بر روی 221 مردی که تلفن همراه با خود حمل می‌کردند ادعا می‌کرد که مردانی که تلفن همراهشان را در جیب شلوار خود حمل کنند به جای آنکه در جیب جلوی پیراهن یا کیفشان بگذارند 30% تعداد اسپرم کمتری نسبت به متوسط تعداد اسپرم جمعیت مردان دارند. بازتاب این مطالعه بلافاصله فضایی را علیه تولید کنندگان تلفن‌های
سازمان‌های همراه ایجاد کرد که تولیدات آنان را باعث کاهش باروری در مردان معرفی می‌کرد. برخی سازمان‌های حمایت از مصرف کننده خواستار نصب برچسب‌های هشدار دهنده بر روی تلفن‌های همراه شدند. اما مشکل آنجا بود که این مطالعه تنها بر مبنای همبستگی انجام شده بود و رابطه علی دقیقی را روشن نمی‌کرد. منتقدان اینطور عنوان می‌کردند که بسیاری از مردان سیگاری تلفن همراه خود را به جای جیب جلویی پیراهن در جیب شلوار خود می‌گذارند و معمولاً پاکت سیگار خود را در جیب پیراهن خود می‌گذارند تا به سیگارها آسیبی وارد نشود. سال هاست که مشخص شده است سیگار کشیدن تعداد اسپرم ها را در مردان کاهش می دهد. به علاوه اثر عوامل دیگر مانند استرس در نظر گرفته نشده بود. استرس نیز باعث کاهش تعداد اسپرم در مردان می شود. شاید کسانی که مجبور هستند دائما تلفن همراه را با خود حمل کنند دارای مشاغل استرس آوری هستند که لازم است در طول 24 ساعت در دسترس باشند. توجه کنید هدف رد یا تایید اثرات تلفن همراه بر بدن انسان نیست، بلکه روش نتیجه گیری مورد نقد است. مثال 2. مطالعه دیگری بیان می‌کرد به طور متوسط کسانی که 6 ساعت تلویزیون در روز نگاه می‌کنند 5 سال زودتر از کسانی که اصلاً تلویزیون نگاه نمی‌کنند می‌میرند. آیا با این نتایج می‌توان استدلال کرد با ندیدن تلویزیون بیشتر عمر می‌کنید؟ آیا توضیح دیگری برای آن وجود دارد؟ شاید کسانی که تصمیم گرفتند بیشتر تلویزیون نگاه کنند از نظر بدنی کمتر فعال هستند یا مبتلا به افسردگی شدند و یا در شرایط جسمی خوبی نیستند و نمیتوانند مانند افراد سالم به فعالیت‌های پرتحرک بپردازند. در واقع ممکن است عامل پنهان دیگری همزمان موجب افزایش دیدن تلویزیون و کاهش طول عمر می شود. پیام اصلی این بحث این است که مدیران باید بدانند لزوما رخ دادن همزمان دو پدیده بدان معنی نیست که یکی دلیل دیگری است. فرض کنید در شرکت خود یک مدیر فروش با مدرک MBA استخدام کرده اید. 3 ماه پس از استخدام او فروش شرکت 300% رشد می کند. آیا این نتیجه فعالیت او بوده است؟ این امکان وجود دارد. اما می توان به توضیحات دیگری فکر کرد. این افزایش فروش می توانسته نتیجه افزایش تقاضای فصلی بوده باشد. احتمال دارد تقاضای کلی برای آن محصول در بازار صعودی شده است. به چه دلایل دیگری می توان فکر کرد؟ چه شواهدی برای رد یا اثبات این دلایل وجود دارند؟ به نظر شما آیا در استدلال‌های زیر می تواند خطایی وجود داشته باشد؟ داده ها نشان می دهد که کودکانی که بازی های کامپیوتری می کنند رفتارهای خشونت‌آمیز بیشتری از خود نشان می دهند. بازی های کامپیوتری موجب افزایش بروز پرخاشگری و رفتارهای خشونت‌آمیز در کودکان می شود. مطالعات اقتصادی نشان می دهد وقتی میزان بدهی یک کشور به 90% تولید ناخالص داخلی آن می رسد، رشد اقتصادی کند می شود. نتیجه آنکه بدهی زیاد موجب کاهش رشد اقتصادی است. مغالطه اختلاط باور و واقعیت. خاطرم هست یکی از سخنرانان حرفه‌ای کشور که در توانمندسازی فردی و انگیزش دوره‌های مختلفی را برگزار می‌کند خاطره‌ای را از یکی از زمین سمینارهای خود بیان می‌کرد. در آن سمینار سخنران مثل همیشه با انگیزه و انرژی جلسه خود را شروع می‌کند. تقریباً همه با علاقه و جدیت مشغول گوش کردن به او می‌شوند. در ابتدای سخنرانی توجه او به فردی جلب می‌شود که به نظر می‌رسد برخلاف بقیه توجهی به او ندارد و روی صندلی خود ناآرام و بیقرار است و دائما جابجا می‌شود. سخنران با تصور اینکه آن فرد به صحبت‌های او کم توجه است، ذهنش درگیر شده و تا پایان جلسه تحت تاثیر آن مخاطب نمی‌تواند آنطور که مورد نظرش است سخنرانی کند. پس از پایان جلسه آن شرکت کننده برای صحبت با سخنران خود را به او می‌رساند و سخنران که از او ناراحت بوده است به حالت طعنه‌آمیزی به او می‌گوید گویا شما هیچ علاقه‌ای به موضوع سخنرانی نداشتید. وی با ناراحتی پاسخ می‌دهد نه آقای عزیز، من دندان درد شدیدی داشتم و علی‌رغم حال جسمانی ناخوشایندم با دشواری زیاد خودم را به جلسه شما رساندم تا حتما صحبت‌های شما را گوش کنم و در طول جلسه از دندان درد به خودم میپیچیدم.
حتما شما هم در شرایطی قرار گرفته اید که گفتار یا رفتار شما به گونه‌ای برداشت شده که مد نظرتان نبوده و یا قضاوتی در مورد دیگران کردید که صحیح نبوده است. واقعیت آن است که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که بر اساس تصورات و باورهایمان شکل گرفته است. باورهایی که درستی بسیاری از آنها را هیچگاه آزمایش نمی‌کنیم. ما این باورها را قبول داریم چرا که بر اساس نتایجی هستند که از مشاهدات و تجربیات گذشته ما به دست آمدند. ما فکر می‌کنیم باورهایمان همان واقعیت‌ها هستند و این واقعیت‌ها بسیار واضح و روشن هستند. ما فکر می‌کنیم باورهایمان بر اساس داده‌های واقعی به دست آمدند و داده‌هایی که ما برای رسیدن به نتایج انتخاب می‌کنیم همان داده‌های واقعی هستند. تئوری پنجره شکسته، همبستگی یا رابطه علی. شهر نیویورک در دهه 1980 شهر خطرناکی بود و میزان انواع جرم و جنایت به بالاترین سطح خود رسیده بود. تحلیلگران متوجه شدند که بین جرم‌های کوچک نظیر دیوارنویسی و یا فرار از پرداخت بلیت مترو در مناطق مختلف شهری و نرخ جنایت در آنجا همبستگی وجود دارد. تئوری پنجره شکسته این گونه استدلال می کند که در نواحی شهری افراد به محیط اطراف خود نگاه می کنند تا بفهمند هنجارهای اجتماعی در آنجا چگونه است. یک محیط نامرتب که زباله‌های زیادی در آن ریخته شده، دیوارنوشته‌ها همه جا را پر کرده و پنجره‌های ساختمان‌ها شکسته است، این پیام را منتقل می‌کند که محیط تحت کنترل نیست و در صورت ارتکاب جرم در آن محل ریسک کشف آن پایین است. طرفداران نظریه پنجره شکسته چنین عنوان می‌کنند که جامعه باید بکوشد تا هر موردی را از جنس پنجره‌های شکسته نداشته باشد. بر همین مبنا بودجه زیادی به کمپین آراسته‌سازی محیط شهری و مقابله با دیوارنوشته‌ها اختصاص داده شد. همچنین سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای در برابر ارتکاب جرم‌های کوچک مانند فرار در پرداخت بلیط اتخاذ شد. در دهه 1990 نرخ جنایت در نیویورک کاهش چشمگیری پیدا کرد. شهردار این نتایج را دستاورد سیاست‌های خود قلمداد کرد. بر مبنای این نتایج بود که تئوری پنجره شکسته مورد توجه زیادی قرار گرفت. اما جالب است بدانید کاهش بی‌سابقه جرم و جنایت در دهه 1990 میلادی نه تنها در نیویورک بلکه در کل امریکا رخ داد. دلایلی نظیر بهبود استراتژی‌های پلیس مبتنی بر تئوری پنجره شکسته و یا بهبود اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری عامل این کاهش معرفی می‌شد. این دلایل به اندازه کافی نمی‌توانست توضیح دهد چرا میزان جنایت به شکل بی‌سابقه و گسترده‌ای در سراسر امریکا کاهش یافت. بهبود استراتژی‌های پلیس مبتنی بر تئوری پنجره شکسته فقط در برخی از شهرها مانند نیویورک رخ داده بود. با این حال کاهش ناگهانی میزان جرایم در سراسر امریکا دیده می‌شد. در دهه 1990 نرخ بیکاری در امریکا به طور پیوسته رو به کاهش گذاشته بود، اما مطالعات نشان داده است که تنها بین جرایم با انگیزه‌های مالی مانند سرقت و نرخ بیکاری همبستگی وجود دارد. برآوردها حاکی از 1% کاهش در نرخ بیکاری همراه با 1% کاهش در جرایم غیر خشونت‌آمیز است. رشد اقتصادی نمی‌تواند توضیح دهنده خوبی برای کاهش جرایم خشونت‌آمیز مانند قتل و تجاوز باشد. علاوه بر این کاهش نرخ بیکاری امریکا در دهه 1990 به اندازه 2% بود، در حالی که کاهش جرایم غیر خشونت‌آمیز تقریباً 40% و کاهش جرایم خشونت‌آمیز بیش از این بود. مطالعات بعدی نشان داد ریشه اصلی این پدیده به تصویب قانون آزادی سقط جنین در اوایل دهه 1970 و تغییرات جمعیتی ناشی از آن برمیگردد. وقتی سقط جنین آزاد شد، هزینه آن که تا قبل از تصویب قانون طی یک روند غیرقانونی $500 بود، به شکل قانونی به $100 رسید. به این ترتیب زنان آسیب پذیر، فقیر و دختران زیر سن قانونی بیشترین نفع را از این قانون می‌بردند. اگر آنان نمی‌توانستند سقط جنین کنند، فرزندان آنها چه آینده‌ای در انتظارشان بود؟ مطالعات نشان داده چنین کودکانی با احتمال 50% در فقر بزرگ خواهند شد و با احتمال 60% در خانواده‌ای با یک والد زندگی خواهند کرد. اینها پیش بینی کننده های قوی برای آن است که کودک در آینده به سمت فعالیت‌های مجرمانه سوق پیدا کند.
در اوایل دهه 1990 کودکان آن نسل وارد نوجوانی و جوانی خود می شدند. آنچه در بین آن نسل غایب بود کودکانی بودند که پتانسیل وارد شدن در فعالیت‌های مجرمانه را داشتند. کاهش چنین کودکانی در آن نسل اثر تجمیعی خود را در کاهش چشمگیر نرخ جرم و جنایت در تمام دهه 1990 نشان داد. از کجا مطمئن شویم این رابطه نیز صرفاً همبستگی نبوده است؟ قانون آزادی سقط جنین به یک باره در سراسر امریکا اجرا نشد. برخی از ایالت‌های آن را چند سال زودتر به اجرا گذاشتند. داده‌ها نشان می‌دهد در ایالت‌هایی که قانون سقط جنین زودتر اجرایی شد، نرخ جرم و جنایت زودتر شروع به کاهش پیدا کرد. علاوه بر این ایالت‌هایی که تعداد سقط جنین در آنان بیشتر رخ داده بود، افت بیشتری در میزان جرم و جنایت را شاهد بودند. همینطور مطالعات نشان داد کاهش اصلی در میزان جرم و جنایت در بین گروه سنی که در اوایل دهه 1970 متولد شده بودند و نه در بین مجرمان سنین بالاتر رخ داده است. هدف این مقاله تایید یا رد آزادی سقط جنین نبود، بلکه می‌خواست نشان دهد که چطور بین وقایعی که همزمان رخ می‌دهند ممکن است لزوماً رابطه علت و معلولی برقرار نباشد. علیرغم اقبال عمومی به تئوری پنجره شکسته، تاکنون وجود رابطه علی مستقیم و محکمی بین جرم‌های کوچک و فعالیت‌های مجرمانه خشونت‌آمیز ثابت نشده است. مغالطه نظر هر کسی محترم است. هر سال می‌کوشم دست کم یک بار 2 چیز را روی دانشجویانم امتحان کنم. نخست آنکه آنان را فیلسوف خطاب می‌کنم، تعبیری که چندان جدی نیست اما امیدوارم باعث تشویق آنان به فراگیری فعال شود. دوم، این بحث را پیش می‌کشم. مطمئناً این عبارت را شنیده اید که هر کسی حق دارد نظری داشته باشد و اظهارش کند. شاید حتی خودتان نیز این تعبیر را به کار برده باشید و چه بسا برای جلوگیری از یک استدلال یا در بن‌بست قرار دادن کسی این کار را کرده باشید. خب، به محض این که به این کلاس وارد می‌شوید دیگران حق را ندارید. شما حق ندارید نظر خودتان را داشته باشید. فقط حق چیزی را دارید که بتوانید استدلالی بر آن بیاورید. شاید کمی تند باشد، اما آموزگاران فلسفه این را به دانشجویانمان بدهکارند که به آنها بیاموزند چگونه استدلال کنند و چگونه از استدلالشان دفاع کنند و وقتی به باوری دفاع ناپذیر میرسند آن را تشخیص دهند. مشکل تعبیر من حق دارم نظر خودم را داشته باشم این است که این عبارت در قالب موارد برای محافظت از باورهایی است که باید کنارشان بگذاریم. این عبارت صورتی کوتاه شده از این گزاره است که من می توانم هر چه دلم بخواهد بگویم و یا هر طور دلم بخواهد بیاندیشم و با تأمین این معنا ادامه استدلال علیه گوینده یا تا حدی بی احترامی خواهد بود. به نظر من این نگرش به برابری کاذب میان متخصصان و غیر متخصصان منجر می شود و این یکی از ویژگی‌های زیانبار گفتمان عمومی ماست که در حال گسترش است. اولا یک نظر چیست؟ افلاطون میان نظرات یا باورهای رایج و معرفت یقینی تمایز می نهاد و این تمایز امروز نیز همچنان کارآمد است. برخلاف 2 گزاره 1 به علاوه 1 مساوی 2 یا هیچ دایره مربعی وجود ندارد، یک نظر درجه‌ای از ذهنگرایی و عدم قطعیت با خود دارد. اما مسئله اینجا است که دامنه عقیده از ذوقیات یا سلیقه‌ها شروع می شود و کشیده می شود تا عقاید مربوط به مسائلی که برای غالب افراد پر اهمیت است، مانند مصلحت اندیشی یا سیاست، و ادامه می یابد تا همه دیدگاه‌هایی که از تخصص‌های فنی ریشه می گیرند، مثلا نظرات قانونی یا علمی. درباره نوع اول نظرات واقعا نمی شود بحث و استدلال کرد. احمقانه است که اصرار کنم اشتباه می کنید که فکر می کنید بستنی توت فرنگی خوشمزه تر از شکلات است. مشکل این است که گاهی چنین به نظر می رسد که به طور ضمنی عقاید نوع دوم و حتی عقاید نوع سوم را نیز غیر قابل بحث و استدلال فرض می کنیم. یعنی همان فرضی که در مسائل ذوقی و سلیقه‌ای داریم. شاید این یکی از دلایلی باشد، بیشک دلایل دیگری هم هست که چرا تازه کارهای پرشور فکر می کنند حق مخالفت با دانشمندان آب و هوا و ایمونولوژیست ها را دارند و عقاید خودشان را محترم قلمداد می کنند.
مریل دوری بنیانگذار شبکه واکسیناسیون استرالیا است. شبکه‌ای که برخلاف نامش شدیداً مخالف واکسن است. خانم دوری هیچ صلاحیت پزشکی ندارد، اما استدلال می‌کند که اگر باب براون با آنکه فیزیکدان نیست حق دارد درباره نیروی هسته‌ای نظر بدهد، او نیز باید اجازه نظر دادن درباره واکسن را داشته باشد. با این حال کسی فرض نکرده که دکتر براون حق دارد درباره فیزیک شکاف هسته‌ای نظر بدهد. کاری که او می‌کند اظهار نظر درباره شیوه واکنش به این علم است، نه درباره خود این علم. در این صورت معنای این که حق داریم نظر بدهیم چیست؟ اگر هر کسی حق دارد نظر خودش را داشته باشد، فقط به این معنا باشد که هیچ کس حق ندارد جلوی فکر کردن افراد و بیان چیزی که می‌خواهند بگیرد. در این صورت عبارت یاد شده درست است، اما نکته‌ای است کاملا پیش پا افتاده. هیچ کس نمی‌تواند جلوی شما را بگیرد که بگویید واکسن‌ها باعث اوتیسم می‌شوند. مهم نیست که بارها نادرستی این ادعا اثبات شده باشد. دوشنبه برنامه مدیا واچ ABC وین تیوی را برای پخش گزارشی درباره شیوع سرخک سرزنش کرد. گزارشی که در بردارنده اظهار نظری از مریل دوری بود. وین تیوی در پاسخ به شکایت یک بیننده گفت که این گزارش دقیق، بی‌طرف و متعادل بود و دیدگاه‌های پزشکان و گروه‌های نخبه را نشان می‌داد. اما معنای این پاسخ این است که هر دو طرف بحث حق مساوی دارند تا درباره موضوعی سخن بگویند که فقط یکی از آنها تخصص مرتبط با آن موضوع را دارد. علاوه بر این، اگر پاسخ وین تیوی درباره شیوه واکنش به علم باشد، پاسخی پذیرفتنی است. اما مناظره مورد نظر درباره خود علم بود و اگر مخالفت این گروه‌های نخبه را احتمالاً باید نادرست تلقی کرد، واقعاً حق پخش از تلویزیون را نداشتند. مجری مدیا واچ جاناتان هولمز بسیار بی‌پرده‌تر بود. هم شاید وجود دارد و هم حرف مفت. و این بخشی از کار گزارشگر نیست که در مقابل تخصص جدی به حرف مفت فرصتی برابر بدهد. واکنش گروه‌های ضد واکسیناسیون قابل پیش‌بینی بود. در سایت مدیا واچ خانم دوری ABC را متهم کرد که صراحتاً به سانسور یک مناظره علمی دعوت می‌کند. این پاسخ جدی نگرفتن دیدگاه‌هایتان را با اجازه مطلق نداشتن برای داشتن یا اظهار دیدگاه‌هایتان خلط می‌کند. یا با وام گرفتن از تعبیر آندرو براون، این پاسخ نداشتن یک استدلال را با نداشتن حق بحث و استدلال خلط می کند. در اینجا نیز دو معنای حق داشتن برای یک عقیده با هم خلط شدند. بنابراین اگر دفعه بعد از کسی شنیدید که میگوید حق دارد نظر خودش را داشته باشد، از او بپرسید چرا چنین فکری می کند. این پرسش اگر فایده دیگری نداشته باشد، احتمالاً باعث می شود که به گفتگوی لذت بخش تری برسید. مغالطه تقلیل جوابهای یک پرسش به یک گزینه. مهمترین نقص در منطق سوالات پیامکی رسانه‌ها تقلیل جهان اجتماعی و پرسش‌های آن به یک گزینه پاسخمند مشخص است. چیزی که در این میان فراموش می‌شود خاصیت مالتی ریزالت بودن هستی اجتماعی است. امر واقع در واقعیت اجتماعی مستتر است و تبیین واقعیت اجتماعی مدیون تمامی پاسخ‌هاست. جایی که برای ابهام‌زدایی از پدیدارها و پاسخ به ماهیت آنها نه تنها باید مجموعه‌ای از پاسخها را در نظر داشت، بلکه امکان وجود چند پاسخ متضاد و در عین حال درست را باید پیش بینی نمود. سوال امشب برنامه 90 مانند تمام سوالات این چنین رسانه‌ای گویی تنها یک پاسخ درست را در شکم خود آبستن است و رأی بالای مخاطبین به یک گزینه خاص مجری را به یک نتیجه گیری احمقانه فرا می‌خواند. سوال: با برگزاری مسابقات تیم ملی فوتبال در شهرستان‌ها موافقید؟ کسانی که رأی به برگزاری مسابقات ملی تنها در شهر تهران دادند یا تهرانیایی هستند که می‌خواهند به ورزشگاه بیایند و یا شهرستانیایی که چون در شهرستان ورزشگاه وجود ندارد حسودیشان می‌شود و ترجیح می‌دهند در جای دیگر همین اتفاق نیفتد. مغالطه ذهنیت‌گرایی یا سوبژکتیویسم. این مغالطه یکی از شایع‌ترین نوع مغالطه‌ها در زبان محاوره است. این مغالطه وقتی پیش می آید که بگوییم چیزی درست است زیرا باور داریم یا می خواهیم که درست باشد. من باور دارم پی درست است، پس پی درست است.
توضیح: اگر افراد دیدگاهشان را با فکر می‌کنم یا احساس می‌کنم آغاز بکنند و البته این اندیشه یا احساس خود را پایه یک دلیل برای یک گزاره منطقی نگذارند، دچار مغلطه نشده‌اند که هیچ حتی سخنی خبری به شیوه منطقی گفتند، چرا که خود نشان از تردید و خطاپذیری آن است، به شرط اینکه در گفتگو بر درستی این احساس یا اندیشه پافشاری نشود. گونه دیگر از مغلطه ذهنیت‌گرایی برای فرار از تصمیم گیری است. نمونه آن، فردا درباره‌اش فکر می‌کنم، نقل قولی است از اسکارلت اوهارا در رمان برباد رفته. این روشی برای برخورد با وقایع ناخوشایند است. نکته البته اینجاست که فردا هرگز فرا نمی‌رسد. او صرفاً با این فرض ضمنی که با فراموش کردن وقایع آنها از هستی ساقط می‌شوند، وقایع را از ذهنش می‌راند. ذهنیت‌گرایی فقط شیوهی برای گزیدن نتایج بر مبنای ذهنی نیست، بلکه همچنین و چه بسا در اغلب موارد شیوهی برای گریختن از نتایج با انکار باور به آنهاست. برخی از مردم در نادیده گرفتن آنچه که نمی‌خواهند ببینند مهارتی شگرف دارند و اغلب ما گهگاه به این شیوه متوسل می‌شویم. اگر این شیوه را به قالب کلمات درآوریم چنین می‌شود: نمی‌خواهم پی را بپذیرم، پس پی درست نیست. این است ذهنیت‌گرایی. من با این عقیده بار آمدم که ایکس. این عبارت معمولاً هنگامی ابراز می شود که عقاید بنیادی شخص به چالش گرفته شده باشند. برای مثال، ممکن است کسی در بحث از رابطه جنسی پیش از ازدواج در جواب استدلالی به نفع آن بگوید: خب، من با این باور بزرگ شدم که این جور رابطه غلط است. این واقعیت که کسی با عقیده‌ای بار آمده است می‌تواند تبیین کند که چگونه به آن عقیده رسیده است، اما تبیین نمی‌کند که چرا شخص باید آن عقیده را بپذیرد، زیرا هیچ دلیلی به دست نمی‌دهد که آن عقیده درست است. تنها بر این ادعا تاکید می‌کند که شخص باوری دارد و لذا قسمی ذهنیت گرایی است. ممکن است این دیدگاه برای شما درست باشد، اما برای من درست نیست. فرض کنید دو نفر درباره منشأ زیست‌شناختی نوع بشر بحث می کنند. امین استدلال می کند که نوع ما ثمره تکامل است. مهدی که آفرینشگرا است و می گوید: خب، ممکن است این برای تو درست باشد، اما برای من درست نیست. منظور مهدی از این که می گوید چیزی برای او درست نیست یا هست چیست؟ شاید منظور مهدی این باشد که او آن را قبول ندارد یا دارد. در این مثال منظور او این می شود که ممکن است تو به تکامل باور داشته باشی، اما من باور ندارم. در اینجا مغالطه‌ای در کار نیست. او تنها مشخص کرده که اختلاف نظری وجود دارد، بدون اینکه ادعا کند که حق با کدام طرف است. اما در این صورت او باید این مطلب را مستقیما اظهار کند و مفهوم درستی و صدق را پیش نکشد. معمولا پیش کشیدن مفهوم درستی به منظور وجهی عینی دادن به یک باور بدون ارائه هیچ شاهدی به نفع آن است، یا مقصود لاپوشانی یک اختلاف نظر با گفتن این است که هر دو طرف حق دارند، گرچه مدعاهایشان نقیض هم است و نمی شود هر دو درست باشند. در این مورد مفهوم این که چیزی برای من درست است حاوی یک مؤلفه ذهنیت‌گر است. به صرف اینکه شخص به گزاره‌ای باور دارد، به آن گزاره موقعیت عینی عطا می‌کند. در این حالت دست کم باید گوش به زنگ بروز یک مغالطه بود. مغالطه شیئی سازی یا اقنومی سازی. شیئی سازی یا اقنومی سازی مغلطه‌ای است در زبان که در آن برای اموری وجود عینی خارجی قائل می‌شویم که وجود عینی خارجی ندارند. پیش‌فرض این مغالطه این است که هر لفظی در زبان دال بر شیئی سازی برای عینی و خارجی است. به عبارت دیگر تمام واژه‌های زبان چیز واژه‌اند. در واقع همه الفاظ یک زبان را نام‌هایی دال بر اشیاء عینی و خارجی قلمداد کرده و با آنها همان معامله‌ای می شود که با اسامی دال بر اشیاء خارجی می شود.
مثلا با تعبیری مثل نظام طوری معامله می شود که گویی یک شیء عینی و خارجی است، در حالی که چنین واژه‌هایی اصلاً از مصادیق اسماء دال بر شیء عینی و خارجی نیستند که این احکام را بتوان بر آنها نسبت داد. رجال سیاسی از این مغالطه استفاده زیادی کردند و می کنند. حقیقت آن است که شیئی سازی یا اقنومی سازی با لذات نام اشیایی هستند که محسوس به حس ظاهر یا باطنند، به تعبیر قدما محسوسات و وجدانیات. ثانیاً و بالغرض جواهر مادی را نیز میتوان شیئی سازی نامید. البته افرادی جواهر مادی طبیعی را از این قبیل دانستند مانند آب، چوب و گربه و کسانی دیگر که مسامحه بیشتری ورزیدند. جواهر مادی صناعی مانند صندلی را نیز از این قبیل دانستند، با اینکه به نظر فلسفی جواهر مادی اعم از طبیعی و صناعی را نمیتوان دارای وجوه عینی خارجی دانست. اما به هر حال مطابق با فهم عرفی میتوان موجودیتی برای آنها قائل شد. از اینها محسوساتی به حس ظاهر و باطن و جواهر مادی طبیعی و صناعی که بگذریم، بقیه امور اشیاء عینی و خارجی نیستند و تشخص ندارند تا بشود به آنها اوصافی چون سود و زیان، دوستی و دشمنی و امثال ذالک نسبت داد. زمانی خبرنگاری از موسولینی پرسیده بود شما دم از پیشرفت و غیره میزنید، اما من هرچه در کشور ایتالیا میگردم جز مردم فقیر و بیسواد چیزی نمیبینم. موسولینی در جواب گفته بود من نگفتم تک تک ایتالیایی ها در حال پیشرفتند، بلکه گفتم ایتالیا در حال پیشرفت است. این نشان میدهد موسولینی ایتالیا را یک موجود عینی خارجی قلمداد کرده بود و پیشرفت را به آن نسبت میداد. یک بازپرس ژاپنی شعر جالبی بدین مضمون سروده است که اعداد و ارقام میگویند وضع کارگران بهتر شده است، اما من هر سال که به ژاپن میروم کارگران را رنگ پریده تر میبینم. یعنی این که شما یک عنوانی با الفاظ درست کنید و واقعیتی خارجی بدان ببخشید و بعد بگویید این در حال پیشرفت است یا وضعش بهتر شده است، اما انسان‌های واقعی در حال رنجور شدن و رنگ پریدگی باشند. حال به همین ترتیب در کشور ما نیز از این قبیل اقنومی سازی ها داریم، یعنی چیزی را که اقنوم یا جوهر نیست دارای جوهریت فرض کنیم و امری را که شیء نیست شیء فرض می کنیم و اوضاعی بدان نسبت می دهیم که معمولاً به اشیا نسبت داده می شود. مثلا چیزی به نام فرهنگ، تمدن، دین، مذهب، هنر و غیره وجوه عینی خارجی ندارد و شیء یا اقنوم نیست. تولستوی در کتاب هنر چیست پشت صحنه‌های تئاتر روسیه در نیمه دوم قرن 19 را وصف کرده و میگوید شما در پشت صحنه‌های تئاتر می‌بینید که کارگردان خشن‌ترین رفتارهای انسانی را با هنرپیشه‌ها می‌کند. توهین، تحقیر، استهزاء، تمسخر و حتی فشارهای جسمانی و اینها به صورتی است که گاهی این هنرپیشه‌ها به گریه می‌افتند و از شدت فشارهای جسمانی صدمه می‌بینند. اما اگر از کارگردان بپرسید که از این کار چه هدفی دارید، می‌گوید ما در خدمت هنریم. اگر این رفتار را نکنم یک تئاتر موفق و یک اثر هنری درخشان و زیبا نخواهیم داشت. یعنی آدم‌ها را له می‌کند به خاطر چیزی که وجود ندارد، چیز موهومی به نام هنر. و همین ترتیب انسان فدای چیزهای موهومی به نام فرهنگ، تمدن و دین و غیره می‌شود. اگر این اقنومی سازی ها فقط در کتاب ها باشند اشکالی ندارد، اما وقتی بخواهد در جامعه مبنای تصمیم گیری های جمعی قرار گیرد و بر اساس آنها حقوق جزایی، کیفری و غیره تنظیم شود، هر انسان دوستی تحمل را از دست می دهد که چرا چیزی که اصلا وجود ندارد اینقدر با اهمیت قلمداد شده است که جان انسان های واقعی در مقابل آنها هیچ است. مقصودم از آنچه که گفته شد این نیست که استفاده مجازی، استعاری، تشبیهی، تمثیلی، کنایی و رمزی و غیره از زبان جایز نیست و فقط باید استفاده حقیقی از زبان کرد، بلکه میخواهم بگویم اگر از زبان استفاده مجازی شود اما طوری جلوه داده شود که گویا حقیقت است، این مغالطه است. مثل اینکه کسی به من بگوید پدر سوخته و من به دادگاه شکایت کنم که ایشان باید اثبات کند که پدر من سوخته است.
است، یا مانند اینکه کسی را به دادگاه بیاورند و بگویند تو به مردم سالاری توهین کرده ای، به نهاد ریاست جمهوری توهین کرده ای و بر اساس این ادعای موهوم بر او حد جاری شود یا حبس گردد. مغالطه تأمین یعنی در حاشیه امن قرار دادن. یعنی ما سخن را با ابهام بگوییم و خودمان را پشت دیوار ابهام از هر گونه انتقادی محفوظ نگاه داریم. در اینجا یک نوع ابهام خاصی مراد است. مفاهیم قابل تقسیمند به کمی و کیفی. مفاهیمی که دلالت بر کمیت به معنی دقیق فلسفیش می کنند یکی از اعراض نهگانه است و به آن میگوییم مفاهیم کمی. مفاهیمی را که دلالت بر کیفیت می کنند مثل رنگ ها مفاهیم کیفی. حال خود مفاهیم کمی به دو دسته قابل تقسیمند: کمیت معین و کمیت نامعین. آن مفاهیمی را که بر کم نامعین دلالت می کنند مفاهیم کیفی می نامند و آنهایی که بر کم معین دلالت می کنند مفاهیم کمی می گویند. پس لغات کمی و کیفی هر کدامشان دو معنی دارند. اگر مفهوم کمی دلالت کند بر کم معینی مثل 3 و 4، آن وقت میگویند این مفهوم 3 و 4 مفهوم کمی است. اما اگر به جای اینکه بگوییم 3 و 4 بگوییم خیلی، کم در مقابل خیلی، کم و خیلی دلالت بر کمیت به تعبیر دقیق فلسفیش می کنند، اما بر یک کمیت نامعین. حالا اگر کسی در سخن خود مفاهیم کیفی به این معنی را به کار ببرد و با به کار بردن آنها خودش را از هر انتقادی معصوم کند، آن وقت میگویند او مرتکب مغالطه تعمیم شده است، یعنی خود را پشت این مفاهیم کیفی مبهم محفوظ نگاه داشته است. مثلا یک کسی به شما بگوید شما خیلی پول دارید یا کم؟ بگویید من کم پول دارم. آن وقت پول شما را وارسی کنند و ببینند 10 میلیون تومان است و بعد به شما بگویند شما که میگفتید کم پول دارید. باز هم میتوانید بگویید 10 میلیون تومان که پول نیست و همچنان از انتقاد مصونید. از آن طرف یک کسی به شما بگوید کم پول دارید یا خیلی؟ بگویید من خیلی پول دارم. بلکه تمام پول جیب را بریزند روی هم ببینند که 14 تومان است. آن وقت بگویید با 14 تومان 3 تا پفک می شود گرفت. مگر کم پولی است؟ چون خیلی و کم حدی ندارد. یک وقت می شود 100 میلیون کم تلقی شود، یک وقت 14 تومان خیلی تلقی می شود. در استدلال ما از مفاهیم کیفی زیاد استفاده می‌کنیم و به خاطر استفاده از اینها مسئول از انتقاد می‌شویم. این مفاهیم کیفی به خاطر کیفی بودنشان ابهام دارند و در مغالطه به کار می‌روند. یک سلسله مفاهیم مبهم دیگر هستند که آنها به کار می‌روند ولی دیگر به این معنی دقیق به آنها مفاهیم کیفی نمی‌شود گفت، ولی باز هم ابهام دارند، مثل اینکه لغت معقول یا محدود را به کار ببریم. همین اخیراً امریکا گفت ما در سومالی طرفدار جنگ محدودیم. این جنگ حالا هر چقدر هم گسترش داشته باشد باز هم میگویند این یک جنگ محدود است، زیرا محدود که حد ندارد تا اگر از حدش تجاوز کردند گفته شود دیگر جنگتان محدود نیست. یکی از موارد استعمال مغالطه تأمین در پیشگویی ها است. در پیشگویی ها معمولاً لغتی را به کار میبرند که ابهام دارد. مثلا میگویند تو مسافرت خواهی کرد. حالا از قم بروی جمکران هم بالاخره مسافرت است. مسافرت که یک تعبیر دقیق ندارد. یا تو دوستانی خواهی داشت. دوست داشتن چیز مشخص و روشنی نیست. پیشگویی‌های نوستراداموس تمامش از این نوع است. او پزشکی فرانسوی بود ولی اهل عرفان و علوم عجیب و غریبه بود. یک مجموعه از سروده‌هایش به یادگار مانده که الان تحت عنوان پیشگویی‌های نوستراداموس ذکر می‌شود که بله ایشان همه چیز را پیشگویی کرده. به فارسی ترجمه شده و هم کتاب پرفروشی بود. تمام این پیشگویی‌ها را اگر دقت بکنید می‌بینید در الفاظ ابهام وجود دارد. مثلا شخصیتی پدیدار خواهد شد که دشمنان بسیار خواهد داشت. این دشمنان بسیار چقدر دشمن بسیار است؟
یک نکته مهمی که آدم از اینجا میتواند بفهمد این است که این پیشگویی ها به خاطر ابهامشان است که یک قوت و صلابت دارند. این است که در پیشگویی ها چه نوستراداموس باشد و چه هر کس دیگر، هر کس از این کتاب ها حادثه ای را که در آینده رخ میدهد نمیفهمد. پس از این که حادثه رخ داد، آن وقت میگویند پس این هم همین را میگفت. پیشگویی اگر ابهام نداشت، شما باید قبل از وقوع حادثه بگویید که مثلا 37 سال دیگر این حادثه رخ میدهد. اگر ابهام نداشت، میشد قبل از وقوع واقعه هم مطلب را دید. پس اول علامتش این است که هیچ کس این حوادث را قبل از وقوعش در این پیشگویی ها نمیتواند بخواند. پس از اینکه حادثه رخ داد، مثلا رئیس جمهور امریکا ترور شد، میگویند عجب، کتاب نوستراداموس این را هم داشته میگفته که رئیس جمهور امریکا ترور خواهد شد. چرا داشته میگفته؟ چون حالا که رخ داده میتوانیم این را بر آن تطبیق دهیم. من یادم میآید آن وقت که به کره ماه رفته بودند، سال 49 یا 48، یک آقایی یک کتاب نوشته بود و گفته بود که در قرآن ما هم آمده است که ترجمه آن به این شرح است: ای گروه جن و انس، اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز نمی توانید مگر با نیروی فوق‌العاده. یعنی نعوذبالله یکی نیست بگوید که آقا جان، اگر واقعا قرآن کتاب پیشگویی است و پیشگویی ابهام نداشت، شما قبل از اینکه بروند به کره ماه میبایست میگفتند که آیه میگوید فردا یا پس فردا یا 2 سال دیگر مردم به کره ماه میروند، نه بعد از اینکه رفتند به کره ماه آن وقت شما بگردید در این کتاب و بعد ببینید که یک چنین چیزی گفته شده. علامت دومی هم که دارد این است که مردم هر عصر فقط عصر خودشان را در واقع می‌بینند. این هم یک چیز عجیبی است. مثلا فرض کنید که پیشگویی‌های نوستراداموس 550 سال است که تقریباً عرضه شده است. مردم هر عصری میگویند آن مرد جوانی که قیام می‌کند فلانی است. مثلا در زمان فرانسوی‌ها میگفتند ناپلئون است. در جنگ جهانی آلمانی‌ها میگفتند این هیتلر است. اگر این پیشگویی واقعا پیشگویی یک حادثه است و اگر از آن در واقع ناپلئون استفاده شد، دیگر حق استفاده از این پیشگویی تا ابد از دست می رود. اینکه مردم هر زمانی حوادث زمان خودشان را در این پیشگویی می خوانند، این خود نشان دهنده این است که پیشگویی ابهام دارد. غالب چیزهایی که حتی در میان عوام الناس است، به نظرم از همین مقوله است. در پیشگویی های نوستراداموس حتی قیام حضرت امام خمینی را جزء پیشگویی ها دانسته بود. مغالطه عوام فریبی آن است که شخص به جای استدلال و اقامه برهان و دلیل عقلی برای اثبات یک عقیده سعی کند از طریق تحریک احساسات و هیجان‌های جمعی و توسل به عواطف و جو حاکم نوعی تصدیق جمعی نسبت به نتیجه مطلوب خود را به دست آورد. مغالطه عوام فریبی به 2 شکل صورت می‌گیرد. شکل اول، شیوه مستقیم مغالطه عوام فریبی وقتی انجام می شود که شخص گروه زیادی از مردم را مخاطب خود قرار دهد و با بیان سخنان مهیج، شور، اشتیاق و هیجان مردم را برانگیزد و تحت تاثیر احساسات به وجود آمده آنها را نسبت به نتیجه مطلوب خود متقاعد سازد. شیوه مستقیم مغالطه عوام فریبی که می توان آن را توسل به هیجان نامید، همواره به وسیله مبلغان و افراد عوام فریب مورد استفاده قرار می‌گیرد. سخنرانان حماسی مانند آدولف هیتلر از اساتید این فن هستند. در شیوه مستقیم برای افزایش تأثیر بر روی تک تک افراد از هر وسیله ممکن استفاده می‌شود، مانند اهتزاز پرچم‌ها و نواختن موسیقی خاصی که به نوعی با موضوع مورد نظر ارتباط دارد. نکته اساسی در این مغالطه این است که تنها دلیل حقانیت آن عقیده همان احساس و هیجان جمعی است که به یک گروه دست می‌دهد و افراد آن گروه تحت تاثیر این مغالطه در خود نوعی یگانگی با گروه احساس می‌کنند. این یگانگی به آنها احساس امنیت و قدرت می‌بخشد. لذا به شخص اینطور تلقین می‌شود که اگر از عقیده این گروه پیروی نکند، از این امنیت و قدرت محروم خواهد شد.
شکل دوم، شیوه غیر مستقیم مغالطه عوام‌فریبی منحصر به بیانات شفاهی نیست و در آن شخص مغالطه کننده میتواند با گفتار یا نوشتار خود مردم را مخاطب قرار دهد. البته در اینجا مخاطبان او تک تک افراد هستند، نه توده مردم. در شیوه غیر مستقیم از شگردهای مختلفی برای برانگیختن روحیه جمعی افراد استفاده می شود. مثلا گاهی مطلب مورد نظر به گونه‌ای به مخاطب القا می شود که احساس می کند همه کسانی که در مسیر رشد و تکامل و پیشرفت هستند آن مطلب را پذیرفتند و اگر کسی با آن مخالفت کند از قافله فرهنگ و تمدن عقب مانده است. در شکل نوشتاری این مغلطه نویسنده دست به عبارت پردازی می‌زند و ادعای خود را مطابق با دین، حقوق بشر، حقوق کارگردان و خلاصه مطابق با اعتقاد مقبول همه جلوه می‌دهد. نویسنده به این ترتیب می‌تواند همانطور احساسات درونی مخاطبان را برانگیزد که به وسیله خطابه و سخنرانی می‌توانست این کار را انجام دهد. حربه دیگر در مغالطه عوام‌فریبی این احساس درونی است که هر کس دوست دارد مورد تحسین و تقدیر دیگران قرار گیرد. در این راه گاهی مردم سعی می‌کنند خود را به افراد مشهور یا ثروتمند شبیه کنند. این روحیه زمینه‌ساز ارتکاب این مغالطه است. در این نوع مغالطه که می‌توان آن را توسل به تفاخر نامید، ادعا می‌شود که یک عقیده یا یک عمل یا استفاده از یک کالای خاص از ویژگی‌های فلان فرد مشهور و محبوب است و افرادی هم که آن عقیده را داشته باشند یا آن عمل را انجام دهند و یا از آن کالا استفاده کنند از شهرت یا محبوبیت مشابه برخوردار خواهند شد. نمونه بارز این مغالطه آگهی‌های تبلیغاتی است که شخص مشهوری مانند یک ورزشکار جهانی یا یک بازیگر سینما را در حال استفاده از یک کالای خاص نشان می‌دهد. مارادونا هم کوکاکولا می‌نوشد، اما هرگز نمیتوان نتیجه گرفت که کوکاکولا محصول رضایت بخشی است. حالت دیگر مغالطه عوام‌فریبی که توسل به افاده نامیده می شود، استفاده از تمایل توده مردم در تشبه به افراد ثروتمند و متمول است. این شکل مغالطه نیز بیشتر از همه به وسیله تهیه کنندگان تبلیغات و آگهی‌های تجاری صورت می‌گیرد. در این مغالطه همچنین سعی می‌شود تا ارتباطی میان کالای مورد تبلیغ و اموری که به شدت مورد علاقه مخاطب هستند برقرار شود. مثلا در برنامه‌های رادیو و تلویزیون همراه با ذکر نام آن کالا قطعات بسیار زیبای موسیقی پخش می‌شود. همچنین در تبلیغات تصویری از زیباترین مناظر طبیعی و یا صحنه‌های هیجان‌آور ورزشی به عنوان زمینه یا تصاویر جانبی استفاده می‌شود. افرادی که آن کالای خاص را مورد استفاده قرار می‌دهند دارای لباس، خانه، اتومبیل و دیگر وسایل و شرایطی هستند که تحسین مصرف کنندگان را برانگیزد. این افراد با اشتیاق و شادی از آن کالای خاص مصرف می‌کنند. خلاصه همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا به غلط این احساس را در مخاطب القا کند که همه این نعمت‌ها و لذت‌ها در اثر استفاده از آن کالای خاص به دست می‌آید. چنانکه زندگی افراد ثروتمند همین را نشان می‌دهد. بنابراین اگر شما می‌خواهید از این نعمت‌ها و لذت‌ها بهره مند شوید و مانند افراد ثروتمند زندگی کنید، باید از آن کالای خاص مصرف نمایید. مغالطه خیرخواهی. مغالطه خیرخواهی زمانی رخ می‌دهد که ما تصور می‌کنیم چون فرد نیتش خیر است، عملش نیز درست است. این مغالطه با مغالطه حق به جانب ارتباط نزدیک دارد. در مغالطه حق به جانب فرد گمان می‌کند رفتارش اخلاقی‌تر و کارهایش درست‌تر از رفتار و کارهای دیگران است. حکایت سعدی که میگوید هر کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال، به این مغالطه اشاره می‌کند. بنابراین لازم است بیشتر درباره انما العلم بالنیات بیاندیشیم تا بتوانیم با توجه به بافت آن را درست تفسیر کنیم. مثال: 20 سال قبل امریکا با شعار جنگ علیه تروریسم افغانستان و عراق را اشغال کرد که تاکنون نتایج اسفناکی برای هر دو کشور و ملتشان به دنبال داشته است و در نهایت به این نتیجه میرسد که با تروریسم آشتی کند. آیا نیت امریکا خیرخواهانه بوده؟
در سال 2017 بارتون مقاله نویس امریکایی مقاله‌ای را تحت عنوان نیت‌های خیر نتایج ناخوشایند نوشت. او در این مقاله به چند نمونه از برنامه‌های دولت امریکا اشاره می‌کند که با نیت خیر انجام گرفت اما نتایج اسفناکی در پی داشتند. البته او در این مقاله بیشتر به برنامه‌های داخلی دولت امریکا می‌پردازد، نه به جنگ افغانستان و سیاست خارجی. بنابراین اگر ما هر عملی را به خاطر خیرخواهانه بودنش قضاوت کنیم، با نتایجی شگفت‌انگیز و غیر عادی مواجه می‌شویم، چون نیت خیر جای نتیجه خوب را نمی‌گیرد. مغالطه نقض غرض. ما همچنان که برای اعمالمان هدفی داریم که ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه مادی یا معنوی باشد، در منطق و گفتگو نیز از گزاره‌ها و تعاریف و دسته‌بندی‌ها هدف و منظور مشخصی داریم و این تفاوت علوم عقلی و رفتار عقلایی با مثلا چیزی مثل هنر است. در هنر هدف متفاوت و محدوده باز و گسترده تری دارد. حال اگر ما اصل، قانون، تعریف یا نظریه‌ای را طوری بیان کنیم که با هدف شناخته شده و ذاتیش در تضاد باشد، دچار نوعی پریشانگویی و مغالطه مقدمات ناسزاگار یا نقض غرض شده ایم. مثال 1. کشف بزرگ نوابغ قرن 20 این است: در علوم خصوصاً علوم انسانی قاعده جهان شمول نداریم، همه چیز نسبی است. ما گمان می‌کردیم هنر علم کشف و تعریف نظریه یا قانونی کلی باشد، به منزله چیزی که قدرت پیشبینی به دست می‌دهد. مثال 2. من به عنوان یک نقشه‌کش، روش شناس میگویم هر نقشه‌ای خواستید انتخاب کنید و ساختمان علم را بسازید و حالش را ببرید. من هم با خیال راحت چایم را نوشیده و سیگار بکشم و حق تألیفم را بگیرم و از برگرداندن عقلانیت به دوران سیاه قرون وسطی و باز کردن راه خرافات احساس آرامش کنم. مثال 3. این مغالطه گاهی با اضافه کردن قید و بند انجام می شود. در سیستم ما بیشترین آزادی وجود دارد، اما در کجای جهان اجازه می دهند کسی آزادانه ضد حکومت حرف بزند؟ آری، آزادی یعنی آزاد بودن چاکران و مخلصان. مغالطه هزینه تمام شده. هزینه تمام شده یعنی مجموع هزینه هایی که تا به حال انجام داده ایم و نمی توانیم آن را پس بگیریم. البته این هزینه فقط مالی نیست و می شود به موارد مختلفی تعمیمش داد. مثلا ممکن است من تماشای یک سریال جدید رو شروع کنم اما بعد از چند قسمت احساس کنم که دوستش ندارم و نمی خواهم بقیه سریال را ببینم. زمانی که برای تماشای آن چند قسمت اول صرف کردم، هزینه تمام شده آن برای من است. وقتی برای چیزی هزینه کرده باشیم، دوست داریم نتیجه هزینه من را ببینیم و مغالطه هزینه تمام شده از همین ویژگی طبیعی و انسانی برای استدلال‌های غیر منطقی استفاده می‌کند. بر اساس این مغالطه، حالا که تا اینجای کار جلو رفته ایم و هزینه کرده ایم، بهتر است تا آخر ادامه دهیم. طبیعتاً این دلیل خوبی برای ادامه نیست و اگر به تنهایی پایه استدلال باشد، آن را به یک مغالطه تبدیل می‌کند. مثال: درسته که دیگه صمیمیت قبل رو نداریم و حتی نمیتونیم با هم حرف بزنیم، اما 7 سال با هم موندیم، پس بهتره باز هم با هم بمونیم و جدا نشیم. پایان صفحه 102 و پایان کتاب. راوی مینا دریا. به تاریخ اردیبهشت 1402. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com